آوایبو.com. روایت حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، از دستگیری روح الله زم. روح الله زم حدود 22 ساعت قبل از اینکه فرانسه را به مقصد عراق ترک کند به دفترم آمد. از من خواست در طرح پرسش‌های فقهی از آقای سیستانی کمکش کنم. به من گفت بیت آیت الله سیستانی وعده تأمین بودجه تلویزیون آمد نیوز را داده و قرار است اولین مصاحبه خودش را با من داشته باشد. ریشه‌های مذهبی او باعث شده بود با دقت کمتری به طرف مقابل اعتماد کند. برای او به گونه‌ای صحنه سازی کرده بودند که گمان می‌کرد با دفتر آیت الله سیستانی در ارتباط است. آقای فرشتیان نوشت: در این دامگستری فریب برای اولین بار از نام و جایگاه مرجعیت شیعه سوء استفاده شد. جایگاه مرجعیت شیعه حریم امنی بود که بیوت آنان در طول تاریخ بیوت امن محسوب می‌شد. تا همین دهه‌های اخیر متهمان و مجرمان در بیت مرجعیت به بست می‌نشستند و مطمئن بودند در حریم امن مرجعیت آسیبی نخواهند دید. اما در پروژه دامگستری برای فریب روح الله زم از نام این حریم و از سادگی و احساسات زم سوء استفاده کردند. در تاریخ ثبت خواهد شد که در زمان حکومت روحانیت در ایران برای اولین بار از نام و حریم مرجعیت شیعه برای به دام انداختن این چنین سوء استفاده شد. حسن فرشتیان می‌نویسد: در آخرین ملاقات با روح الله زم یکی از مباحث گفتگوی بین ما بحث ملاقات ایشان با آیت الله سیستانی در عراق بود. چند هفته قبل از آن هم زم با من تماس تلفنی داشت. برای نخستین بار مطرح کرد که بناست تلویزیون جدیدی را راه‌اندازی کند و آن تلویزیون با مصاحبه اختصاصی با آیت الله سیستانی افتتاح خواهد شد. از من خواست در طرح پرسش‌های فقهی از آقای سیستانی تأملی کنم و در گفتگوی بعدی در زمینه این مصاحبه با من مشورتی داشته باشد. از یک دوست مشترکمان در همان زمان چنین درخواستی کرده بود. این طرح وی آنچنان ناپخته و متوهمانه بود که حرف وی را جدی نگرفتم و حتی در مورد آن فکر هم نکردم. پس از مدتی تماس گرفت که هفته آینده به پاریس می آید و تمایل دارد همدیگر را ملاقات کنیم. من روزهای اول آن هفته در سفر بودم و پیشنهاد دادم آخر هفته همدیگر را ببینیم. قرار ملاقات را برای بعد از ظهر روز پنجشنبه 10 اکتبر 2019 برابر با 18 مهر 1398 گذاشتیم. همان روزی که فردایش ایشان فرانسه را به مقصد عراق ترک کرد. آن روز طبق قرار به دفترم آمد. شرایط حفاظتی خاصی داشت. 2 نفر از محافظان وی که آشکارا مسلح بودند همراه ایشان به دفتر آمدند. طبق روال در شرایط عادی همراهان و حتی محافظان احتمالی فرد در سالن انتظار می نشیند. با توجه به محرمانه بودن مذاکرات وکیل و موکل وارد دفتر ملاقات با وکیل نمی شوند. اما شرایط امنیتی و حفاظتی وی بگونه‌ای بود که محافظانش از سالن انتظار گذشته و دقیقاً پشت درب اتاق ملاقات ما ایستادند و حدود 2 ساعت تا آخر ملاقات پشت درب سالن ملاقات ما بودند. از سالیان پیش علاوه بر روابط دوستانه در مسائل حقوقی مربوط به فرانسه در موارد متعددی دوستانه وکالت وی را عهده‌دار شده بودم. از همان ابتدا در مورد مسائل حقوقی سایت آمد نیوز و سپس کانال آمد نیوز نیز به من مراجعه کرد، ولی به دلایلی نپذیرفتم و به وی گفتم من با کمال میل و افتخار وکیل روح الله زم خواهم بود، اما وکیل آمد نیوز نمی‌شوم. در همان جلسه آخر نیز برخی از انتقاداتی که به آمد نیوز داشتم را دوستانه ولی به صراحت با وی مطرح کردم. او نیز مؤدبانه مطالب را شنید، مقاومتی در رد انتقادات من نکرد. برخی از اشتباهات را پذیرفت و اشاراتی به اصلاح و تغییر رویه داشت. در آن جلسه دوباره مسئله تلویزیون و سفر به عراق برای ملاقات و مصاحبه با آیت الله سیستانی را به شکل کاملا جدی مطرح کرد و توضیح داد که اسپانسر تلویزیون حمایت مالی از تلویزیون را در سایه حمایت آقای سیستانی مطرح کرده است. او باید حتما به عراق برود. اما نگفت که بنا دارد فردای آن روز به عراق برود. این بار از صحبت‌هایش احساس کردم قضیه سفر وی به عراق
برای راه اندازی تلویزیون جدی است. هرچند گمان نمی‌کردم به فوریت باشد، ولی احساس می‌کردم برنامه‌ریزی برای هفته‌ها و شاید ماه‌های آینده باشد. با توجه به اینکه او با جدیت درباره طرح این سفر حساس با آقای سیستانی و بودجه چند میلیونی تلویزیون سخن می‌گفت، برآشفته شدم و مشتی بر میز کوبیدم و داد کشیدم: روح الله، جدی می‌خواهی بروی عراق؟ میزنندت. پاسخ داد: آنجا محافظان خصوصی خودم را خواهم داشت که از پلکان هواپیما تا انتهای سفر امنیتم را تضمین خواهند کرد. گفتم: همان محافظانت اگر تو را به تیر غیب نزنند، کتف بسته تحویل جمهوری اسلامی ایران خواهند داد. گفت: سفرش بررسی شده، مشکلی نخواهد داشت. 2 روز پس از سفر به عراق مطلع شدم که آن فرد مدعی هماهنگی خانمی از همکارانش در کانال آمد نیوز بود. از زن پرسیدم: مگر آقای سیستانی بنا دارد اپوزیسیون جمهوری اسلامی شود که می‌خواهد با شما مصاحبه کند؟ پاسخ داد که آن تلویزیون با آمد نیوز متفاوت خواهد بود و ما بنا نداریم مثل آمد نیوز عمل کنیم. می‌خواهیم به گونه‌ای دیگر عمل کنیم. روح الله زم فردی کاملا احساسی، عاطفی و سرشار از محبت بود. هرچند به دلیل رابطه عاطفی با وی نمی‌خواستم وی را برنجانم، اما زمانی که احساس کردم قضیه را جدی گرفته است، وظیفه خویش دیدم و ناچار شدم تلخی صراحت لهجه را برگزینم. لذا تصمیم گرفتم با صراحت بیشتری صحبت کنم و به وی بفهمانم که در توهم است. در ادامه به وی توضیحاتی از روابط مرجعیت با قدرت‌های حاکمه دادم و افزودم که آقای سیستانی به این سادگی‌ها با رسانه‌های مطرح مثل BBC و آسوشییتد پرس و غیره مصاحبه نمی کند. چطور ممکن است با تلویزیون افتتاح نشده که شماها مصاحبه کند؟ اصلاً مگر ممکن است به فردی ما مشخصات روح الله زم وقت ملاقات بدهند؟ اما صحنه‌سازی‌ها به گونه‌ای برایش جلوه داده شده بود که او گمان می‌کرد با دفتر آیت الله در عراق در ارتباط است. نماینده وی مدعی شده بود 2 هفته پیش از آن به عراق رفته علایمی از هماهنگی و در جریان بودن دفتر آیت الله را برای وی ارائه کرده بود. متاسفانه او نیز همه این نشانه‌ها را باور کرده بود. روح الله زم از یک سو زیرکی‌های خاص خودش را داشت و از سوی دیگر در برخی موارد چنان نوجوان خام و صاف و صادقی بود که عشق دوربین و عشق تلویزیون او را از خود بیخود می‌کرد. صحبت از تلویزیونش که میشد، برخی از چشمانش می‌درخشید و به سان نوجوانی غرق در توهمات و آرزوهای ایدئال نوجوانی خویش سخن پراکنی می‌کرد. گمانم علیرغم همه ذکاوت‌هایش در برخی موارد، سن خردمندی وی در همان سنین احساسی نوجوانی متوقف مانده بود. با اتصال به آیت الله سیستانی می‌خواست به گونه‌ای به خویشتن خویش نیز نقبی بزند و بازگشت به خویش داشته باشد، لذا شادی وی مضاعف شده بود. او که برآمده از خانوادگی روحانی بود، علیرغم همه پارادوکس‌هایش همچنان ریشه‌هایی از علایق مذهبی در وی پایدار بود. در جلسات محرم و رمضان که دوستان در پاریس برگزار می‌کردند حضوری فعال و هیئتی داشت. حتی در زمانی که به شهرستان رفته بود، گاهی برای شرکت در این مجالس صدها کیلومتر مسافت را طی می‌کرد و به پاریس می‌آمد. از ابتدای مجلس می‌پرسید چه کاری لازم است انجام بدهد و تا انتهای مجلس هم حتی برای نظافت مجلس همانند بچه هیئتی‌ها صمیمانه مشارکت می‌کرد. او تصور می‌کرد این بار به بیت مرجعیت متصل شده و آیت الله سیستانی حامی تلویزیون وی خواهد بود. مصاحبه افتتاحیه تلویزیون را با آن مرجع تقلید انجام خواهد داد. ایجاد این رابطه بازگشت به ریشه‌های مذهبی را برای وی تداعی می‌کرد. پس از بحث مختصری ناچار شدم دوباره بر سرش داد بزنم که پسر، این یک دام است، اغفال شدی. همه اینها یک بازی است. سرش را پایین انداخت. علیرغم ظاهر رسانه‌ای پرهیاهویش در این گونه موارد به شدت خجل و شرمنده میشد و رنگ و رخسارش تغییر میکرد. به دلیل رابطه عاطفی که با وی داشتم از داد کشیدن خودم ناراحت شدم. خواستم با یک شوخی جلسه را از آن جو سنگین خارج کنم. به شوخی پرسیدم: کارت بانکیت همراهت است؟ متحیر شد و پاسخ داد: برای چی؟ به طنز گفتم: کارت بانکیت و کد رمز آن را به من بده.
زیرا تو که اگر به عراق بروی بر نمیگردی. حداقل من آن میلیون هایی که از استکبار جهانی گرفته ای را از حسابت تخلیه کنم. قهقهه‌ای سر داد. از وضع زندگی و از حساب بانکی وی در فرانسه به دلیل برخی از پرونده‌های حقوقی شخصی وی با خبر بودم. در ابتدای ورودش به فرانسه شخصاً شاهد بودم که حدود 1 سال در اتاقی حدود 10 متر با همسر و فرزندش زندگی می‌کرد. وقتی که پس از ماه‌ها پناهندگیش پذیرفته شد، میبایست آن مکان را که مربوط به متقاضیان پناهندگی بود ترک می‌کرد. امکانات مالیش اجازه نمیداد که در پاریس آپارتمانی اجاره کند. توصیه کردم به شهرهای دورتر برود تا از خانه‌های مشهور به HLM که به افراد کم درآمد تعلق می‌گیرد استفاده کند. همین کار را کرد. از کمک‌های دولتی که به همه بیکاران می‌شود معیشت می‌کرد. در برخی موارد که به دلیل اداری و نقص پرونده مستمری وی برای مدتی قطع می‌شد، معیشتش مختل می‌گردید. در روزهای آخر اقامتش در فرانسه 5000 یورو از همان بودجه کذایی منتسب به تلویزیون برایش واریز شده بود. چنین وانمود شده بود که این پیش درآمدی بر آن بودجه میلیونی تلویزیون خواهد بود. برای نخستین بار از آن مبلغ در آن روزها موفق شد برای دخترش دستگاه تلفن همراه آیفون بخرد. علیرغم اینکه در بند 16 اتهامات کیفرخواست وی تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان 97550 یورو اعلام شده بود، اما با یک محاسبه اجمالی میتوان دریافت این مبلغ معادل کل مبلغی بود که سیستم تأمین اجتماعی و صندوق رفاه خانوادگی در طول 7 سال اقامتش در فرانسه به وی پرداخته بود. در طول این مدت ماهی حدود 700 یورو به عنوان RSA به وی پرداخت میشد. این مستمری با محاسبه تعداد افراد خانواده به همه بیکاران فرانسوی و خارجیان دارای اقامت قانونی در فرانسه پرداخت می شود. به اضافه مبلغی حدود 400 یورو به عنوان کمک هزینه مسکن که جمعاً حدود 1100 یورو می شد. با توجه به اقامت 7 ساله وی در فرانسه، وی حدود 84 ماه از کمک‌های مالی برخوردار شده بود که اگر این 84 ماه ضرب در 1100 یورو بشود، در مجموع معادل 92400 یورو می شود. بر این مبلغ بایستی برخی کمک‌های مقطعی مثل کمک هزینه تحصیلی فرزند را نیز افزود. ظاهراً حساب بانکی وی را بررسی کرده و دیده بودند که این مبلغ در طول این سالیان به حساب بانکی وی واریز شده است. البته تا چند روز پس از ربایش وی، کارت بانکیش که همراهش بود فعال بود و از طریق کارت بانکی وی خریدهایی انجام میداد. این خریدها در حد خرید در فضای مجازی و اینترنت بود که هیچ رد پایی نمیگذاشت و جنسی در جایی تحویل داده نمیشد، بلکه دانلود فایل‌های خریدنی و غیر رایگان به مبلغی حدود 56 یورو بود. بنابراین تا زمانی که دادگاه مستندات دریافتی فوق را علنی نکند، حساب بانکی وی کاملا در اختیار ماموران و یا ضابطان قوه قضاییه بود. می توان مدعی شد که همین دریافتی‌ها مبنای محاسبه اتهام دریافت 90 اندی هزار یورو بررسی صورت حساب‌های بانکی وی بود که این حاصل جمع همه دریافتی‌های وی از نهادهای مددکاری فرانسه بود. طرح سفر به عراق برای برنامه‌ریزی و کسب منابع مالی تلویزیون با حمایت آیت الله سیستانی چنان طرح رسوایی بود که اندک تدبری کافی بود که بی اساس بودن آن روشن شود. اما وی آنچنان شیفته تلویزیون و دوربین و فیلم بود و آنگونه در تخیلات احساسی نوجوانانه خویش غرق بود که دیگر نه گوشش میشنید و نه چشمانش واقعیات را میدید. البته در ابتدا وی قصد افشاگری مفاسد درون نظام را داشت و گاهی نیز مدعی بود بخش‌هایی از نظام از وی حمایت می‌کنند. کانال تلگرامی آمد نیوز در جذب مخاطبان میلیونی موفقیتی بی‌نظیر را برای وی فراهم کرده بود، اما از طرف دیگر آنان آمد نیوز و شخص روح الله زم را چنان بزرگ کرده بودند که روح الله نیز متوهمانه باورش شده بود. صناعی نقل می‌کند که چینی‌ها نقاشان ماهر و زبردستی بودند و عکس دیو را آنچنان با هیبت می‌کشیدند که خودشان نیز باورشان می‌شد و از تصویر نقاشی خویش فرار می‌کردند. خود به خود شکل دیو می‌کردند و از نهیبش غریو می‌کردند. چیزی که نقاشان زبردست را می‌ترساند و فراری می‌داد نه دیو واقعی، بلکه تصویر خود ساخته آنان از دیو بود.
سازندگان شخصیت روح الله زم خود می‌دانستند که چه نقشه‌ای در آن چند سال کشیدند و پروراندند. آنان به خوبی بر سادگی‌ها و توهمات روح الله زم واقف بودند و می‌دانستند چه کسانی از خود آنان منبع برخی خبررسانی‌های وی بود. صرف نظر از اخبار کذبی که به وی داده میشد و صرف نظر از خیال پردازی‌ها، برخی از اسناد محرمانه را چه کسی جز خود آن نقاشان بدان دسترسی داشت و می توانست جهت انتشار به وی برساند. همین نقاشان با تصویرسازی آنچنانی از جوانی ساده و احساساتی چهره‌ای ساختند که اکنون می بایست به نبرد با وی بروند و در عملیاتی که خودشان عملیات فریب توصیف کردند وی را به دام اندازند. این پیروزی بزرگ را به یکدیگر تبریک بگویند. امروزه در نظام‌های حقوقی منصفانه اگر مبانی و پایه‌های بازداشت متهم به وسیله نقض قانون انجام شود، قاضی با کشیدن آن مبنای نقض قانون تمامی مراحل بعدی دادرسی را فرو می‌پاشاند. زیرا در نظام حقوقی مدرن حرمت قانون مهمتر از مجازات مجرم است. قاضی در چنین مواردی مراحل بعدی دادرسی را نمی‌پذیرد تا پس از آن ضابطان سیستم قضایی جرأت نکنند مبانی قانونی را در بازداشت متهمان رعایت نکنند. عطار نیشابوری در الهی نامه داستان مناظره ابوسعید با صوفی و سگ را حکایت می کند. در این ادبیات عرفانی و تمثیلی سگ موجودی محترم و دارای حریم و حرمت تلقی می شود که حق دفاع از خویش را دارد. در این حکایت ادبی سگ به صوفی نزدیک می شود و صوفی با عصایش سگ را زده و از خویش دور می کند. سگ زخمی ناله کنان برای شکایت از آن صوفی نزد ابوسعید می رود. ابوسعید صوفی را به دلیل آسیب رساندن به سگ مؤاخذه می کند و صوفی پاسخ می دهد که تقصیر سگ بود که به وی نزدیک شد و جامه نماز وی را آلوده کرد. ابوسعید تلاش می کند تا رضایت سگ را جلب کند و کار به مجازات اخروی کشیده نشود، اما دفاعیات سگ شنیدنی است. سگ شکوه کنان می گوید من اگر به صوفی نزدیک شدم به دلیل آن بود که جامه صوفیانه وی را دیدم و احساس کردم با حریم امن صوفیانه مواجه هستم. این جامه را جامه سلامت و ایمنی میپنداشتم. سگان که گفت ای شیخ یگانه، چو دیدم جامه او صوفیانه. شدم ایمن که از او نبود گزندم، چه دانستم که سوزد بندم. اگر بودی قبا پوشی در این راه، مرا زو احترازی بودی آنگاه. چو دیدم جامه اهل سلامت، شدم ایمن ندانستم تمامت. روح الله زم چشمانداز حریم امنی را دیده بود و گمان نمی کرد از نام حریم امن مرجعیت شیعه نیز بتوان سوء استفاده کرد. در زمان حاکمیت روحانیت و نظام جمهوری اسلامی در ایران جا داشت قضات محترم دیوان عالی کشور علاوه بر حرمت جان انسانها به دلیل مسائل انسانی و به دلایل متعدد دیگر از جمله همین نکته مورد بحث این یادداشت، یعنی به دلیل سوء استفاده از حریم مرجعیت به احترام آیت الله سیستانی این حکم ناعادلانه اعدام توسط دادگاه بدوی را نقض کنند تا از این پس ضابطان قوه قضاییه و یا سایر نهادهای مرتبط نتوانند حریم امن مرجعیت را به بازیگری‌های سیاسی آلوده کنند. روایتی متفاوت از دستگیری روح الله زم با همکاری مقامات فرانسه. یک چهره امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شد دستگیری روح الله زم در همکاری با سازمان امنیت فرانسه و ترکیه صورت گرفت. اکبر خوشگوشک مدعی شد روح الله زم با یک افسر ارشد امنیتی فرانسه مبادله شد. از زمان دستگیری روح الله زم گمان زنی‌ها و روایت‌های متعددی درباره چگونگی به دام افتادن روح الله زم و دستگیری او توسط سپاه پاسداران منتشر شد. بالاخره چهره سابق امنیتی جمهوری اسلامی اکبر خوشگوشک در گفتگو با سایت رویداد 24 مدعی شد بین سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی و فرانسه برای دستگیری روح الله زم همکاری صورت گرفت. خوشگوشک مصاحبه خود را با عنوان کردن پدیده عادی بودن بدبستان‌های امنیتی بین سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف شروع کرد و گفت دستگیری روح الله زم از طریق همکاری سازمان اطلاعات فرانسه و همچنین سازمان اطلاعات ترکیه میت ترکیه امکان پذیر شد.
او به شکلگیری داعش پرداخت و به پیوستن شماری از شهروندان کشورهای اروپایی به این گروه تروریستی اشاره کرد و مدعی شد که سازمانهای امنیتی جهان از جمله سازمان اطلاعات فرانسه با هدف گردآوری اطلاعات اقدام به نفوذ در درون داعش نمودند. فرانسه یک افسر امنیتی خود را با نام و هویت عربی به عضویت داعش درآورده بود. این مأمور پوششی سازمان امنیت فرانسه در جریان درگیری‌ها به اسارت بچه‌های محور مقاومت درآمد. هنگام بازجویی هویت فرانسوی این فرد لو رفت و دستگیر شد. پس از دستگیری این مأمور پوششی، سازمان امنیت فرانسه با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی تماس گرفت و خواستار پشتیبانی ایران برای آزادی او شد. این افسر امنیتی سازمان اطلاعات فرانسه رده‌دار بود. در نتیجه جمهوری اسلامی نیز در مقابل درخواست فرانسه خواستار تحویل روح الله زم شد. زیرا زم بر روی کانال تلگرامی خود آموزش ساخت کوکتل مولوتوف را میداد و مردم را به شورش مسلحانه دعوت میکرد. سازمان امنیت فرانسه با جمهوری اسلامی همکاری خیلی خوبی داشت. روح الله زم عملاً پس از ورود به عراق هیچ ملاقاتی با هیچ مقامی در نجف نداشت. او از طریق عمان به بغداد رفت. در همان زمان خانمی در ترکیه برای دستگیری زم با سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری داشت. چون ایام 40 بود، انتقال او از نجف به خاک ایران به سادگی صورت گرفت. پس از ورود زم به ایران در مهر ماه سال 98 مأمور پوششی سازمان امنیت فرانسه از دمشق به استانبول منتقل شد و در آنجا به مقامات فرانسوی تحویل داده شد. باید یادآور شد روایتی که اکبر خوشگوشک از ماجرای دستگیری روح الله زم تعریف کرد با روایت‌های پیشین و از جمله گزارش‌هایی که از سوی مقامات امنیتی عراق منتشر شد تناقض و تفاوت بسیاری داشت. اتهامات روح الله زم در کیفرخواست دادستان. عناوین کیفرخواست زم شامل 17 بند اتهام به شرح زیر بود. 1. افساد فی الارض. 2. تشکیل و اداره کانال معاند آمد نیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور. 3. جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل به واسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه. 4. جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه. 5. همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. 6. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. 7. مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به طور گسترده. 8. عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سهام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور. 9. مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور. 10. مشارکت در جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور. 11. مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده. 12. تحریک مؤثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی. 13. توهین به مقدسات اسلام. 14. توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری. 15. توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن. 16. تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به میزان 97550 یورو. 17. شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی. روح الله زم به روایت دادستان. اولین جلسه دادگاه روح الله زم در تاریخ 21 بهمن 98 برگزار شد. بر اساس آنچه در ابتدای جلسه عنوان شد، روح الله زم متولد 5 مرداد ماه سال 1357 بود. او در ری متولد شده، در هنگام روبوده شدن متأهل و دارای 2 فرزند بود. مدرک او فوق دیپلم و یک سابقه کیفری هم داشت. نماینده دادستان ضمن معرفی دبیر دریابیگی به عنوان وکیل او ضمن تایید سلامت جسمی و روحی زم اتهام او را افساد فی الارض عنوان کرد. همچنین
دوره ارتکاب جرائم او در بازیگ زمانی سال 95 تا زمان دستگیری یعنی مهر ماه 1398 عنوان شد. نماینده دادستان در این جلسه در توضیحاتی در مورد زندگی زم گفت: در دوران تحصیل خود به دلیل بی‌انضباطی مجبور به ترک دبیرستان و انتقال به یک دبیرستان دیگر شد و همزمان به فعالیت‌های پژوهشی، فیلمبرداری و تدوین مبادرت می‌کرد. در ادامه شرکت آوای نوین سبز را برای فعالیت تبلیغاتی راه‌اندازی کرد تا علاوه بر فعالیت‌های تبلیغاتی بتواند از بانک‌ها نیز تسهیلات بگیرد. او در راه‌اندازی بنیاد فرهنگ و هنر ایرانیان به پدر خود یاری می‌رساند. در اعتراضات سال 88 متهم بازداشت شد و در سال 90 ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و با مهسا رازانی ازدواج کرد. پس از 1 سال به ترکیه رفت و مبادرت به اخذ ویزای فرانسه کرد. جلسه اول دادگاه روح الله زم بیش از 3 ساعت در قالب 2 نوبت به طول انجامید. در این جلسه تنها جزئیات کیفرخواست او قرائت شد. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح الله زم یکشنبه 27 بهمن 98 برگزار شد. در ابتدای این جلسه نهاد ریاست جمهوری به عنوان یکی از شکات پرونده اعلام شد و علت این شکایت هم انتشار نامه جعلی به تاریخ 9 اسفند 96 در کانال آمد نیوز ناظر بر موافقت ریاست جمهوری با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی عنوان شد. بعد از آن شکایت بانک تجارت به خاطر انتشار اسناد محرمانه این بانک در کانال آمد نیوز در تاریخ 28 دی 95 از زم مطرح شد. شاکی بعدی حمید شیرمحمدی از جانبازان مدافع حرم عنوان کرد که روح الله زم با نشر اکاذیب و درج اطلاعات خانوادگی او در کانال آمد نیوز و صدای مردم باعث شد تا اراذل اوباش خودروی او را تخریب کنند. بعد از اعلام شکایت حمید شیرمحمدی، قاضی صلواتی رئیس دادگاه از ارسال تعداد دیگری لایحه شکایت از زم خبر داد و تعدادی از آنها را به صورت تیتروار اینگونه عنوان کرد: کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان پیشین تهران، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، غلامرضا کاتب نماینده مجلس شورای اسلامی، حسن یوسفی مطلوب و بهار صادقی و تعداد دیگری از شکات. سپس قاضی از متهم خواست برای دفاع در جایگاه حاضر شود. روح الله زم پس از قرار گرفتن در جایگاه متهم اعلام کرد که نمیتواند برای این تعداد اتهاماتی که ذکر شد یک جا دفاع کند. او از قاضی صلواتی خواست تا اتهامات را یک به یک ذکر کند تا او دفاع کند. درخواستی که اینگونه پاسخ داده شد: در جلسه قبل که کیفرخواست قرائت شد فرصت کافی برای استماع بود. علاوه بر این چند جلسه نیز با وکیل برگزار شد. با این حال صلواتی به او گفت در مورد اتهام افساد فی الارض توضیح دهد که زم گفت این اتهام را قبول ندارد. زم در مورد نحوه خروج خود از کشور نیز افزود: سال 1390 به همراه پدرم و خانواده قصد سفر حج را داشتیم، اما من به حج نرفتم و 2 روز پس از سفر حج خانواده‌ام عازم مالزی شدم. تا 1 روز بعد از آن که به مالزی برسم خانواده‌ام از من خبر نداشتند. او در مورد دوره حضور در مالزی و سپس حضور در ترکیه و فرانسه گفت: در مالزی مشغول تور لیدری بودم و یک ماشین خریده بودم و امور گردشگری مرتبط با توریست‌های ایرانی را انجام می‌دادم. سال 91 از مالزی به ترکیه رفتم و 3 ماه در آنجا بودم. سپس از طریق یکی از دوستانم که در سال 88 با او آشنا شده بودم به سفارت فرانسه در ترکیه مراجعه کردم و در آنجا با سفیر فرانسه صحبت کردم. از آنها درخواست ویزا کردم که آنها به من ویزای فرانسه را دادند. من در مالزی ازدواج کرده بودم، لذا با دختر و همسرم در شهریور 91 وارد فرانسه شدم. پس از مکالمه روحانی و مکرون از پلیس فرانسه با من تماس گرفتند و گفتند که در خطر ترور هستی و 6 یا 7 جلسه طول کشید تا من را بشناسند و حدود 4 یا 5 ماه این رفت و آمدها ادامه داشت. ایمیل دادند که گزارشات را در خصوص اخبار خودت ارسال کن. گزارشات را ارسال کردم. حفاظت نامحسوس گذاشتند تا اینکه آدرس خانه، تلفن، کارت‌های بانکی و مشخصاتم در سایت‌های داخلی منتشر شد. پس از آن آدرس را به پلیس دادم و 24 ساعت بعد خانه من را عوض کردم و تیم حفاظت سنگینی قرار دادند. هر 2 ماه یک بار با من قرار می‌گذاشتند. تعیین وضعیت حفاظت می‌کردند و به من می‌گفتند
که بعد از مکرون سنگین ترین تیم حفاظت برای توست. درباره شرایط ایران با من مشورت می‌کردند و در خصوص تحلیل وضعیت صحبت می‌کردیم. قاضی صلواتی در بخشی از این جلسه دادگاه از زم خواست در مورد همکاری با دولت متخاصم آمریکا توضیح دهد. زم متخاصم بودن دولت امریکا را رد کرد و گفت امریکا دولت متخاصم نیست، اسرائیل متخاصم است. از لحاظ حقوق بین الملل عمومی، دولت متخاصم یعنی کشوری که روابط با آن وارد حالت جنگی شده باشد. در این حالت تقریباً کلیه روابط دو کشور از وضعیت حقوق زمان صلح خارج و وارد محدوده حقوق دوره جنگ می شود. صلواتی در واکنش به این اظهار نظر زم گفت به دستور ترامپ سردار عزیز ما را دولت تروریسم و متخاصم امریکا به شهادت رساند مگر در کنگره بودجه علیه نظام تصویب نمی کنند. در ادامه جلسه دوم دادگاه صلواتی از نامه‌ای رونمایی کرد که زمان بازداشت برادر ناتنی زم نگارش شده بود. او گفت زمان بازداشت برادر زم محمد علی زم پدر او به رهبر انقلاب نامه نوشت. ایشان هم دستور آزادی برادر زم را صادر کرده. نکته‌ای که با تعجب زم مواجه شد و او گفت خانواده در مورد این نامه با من صحبتی نکردند. قاضی صلواتی در بخش پایانی این جلسه از دادگاه به متهم گفت اگر در رابطه با شکایت شکات مطلبی داری عنوان کن. زم در خصوص نامه منتسب به رئیس جمهور به وزیر ورزش در خصوص مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها در کانال احمد نیوز منتشر شده بود گفت این نامه با امضای واعظی بود. نامه را ما تهیه نکرده بودیم بلکه برای ما ارسال شده بود. پس از این سخنان زم رئیس دادگاه ضمن توصیه به زم برای مطالعه عناوین اتهام 17 گانه دستور داد به قدر کافی ترتیب ملاقات زم با وکیلش داده شود. جلسه سوم رسیدگی به پرونده روح الله زم نیز 5 اسفند برگزار شد. زم در ابتدای این جلسه از نامه یکی از افراد نامدار جریان اصلاحات پرده برداری کرد و گفت یکی از عناوین اتهامی من افساد فی الارض است که آن را رد می کنم. یکی از افراد نامدار اصلاحات طی پیامی به احمد نیوز نوشت که شما در خارج از کشور هستید یا داخل که گفتیم در خارج. آن شخص تعجب کرد که مواضع ما همچون رسانه‌های داخل کشور است. احمد نیوز نقش غیرقابل انکاری در انتخابات 1396 داشت. از اواسط سال 96 به دلیل خستگی ناشی از کار مسئولیت احمد نیوز را به سام سرابی واگذار کردم. در سال 96 بسیاری از احمد نیوز درخواست کردند که خط خود را مشخص کند. در این برهه که مسئولیت احمد نیوز با سام سرابی بود، اشتباهات فاحشی از جمله انتشار مطلب درباره یک کوکتل مولوتوف به وجود آمد. در اواسط سال 97 به دلیل اشتباهات سرابی و ارتباط وی با نزدیکان یکی از وزرای دولت از او خواستم که استعفا کند. پس از آن کنترل احمد نیوز را به دست گرفتم. در مورد کلیپی که زم در آن خود را لیدر اعتراضات 96 می‌دانست نیز افزود این حرفها دوستانه بود، لاف هم زده می‌شد. در 96 حضور داشتم اما نقش مؤثری نداشتم. هرچند رفتارها خوب بود اما همه اظهاراتم در بازپرسی را قبول ندارم. 4مین جلسه که رسیدگی به اتهامات روح الله زم نیز در تاریخ 15 اردیبهشت 99 برگزار شد. با توجه به اینکه تمام جلسات بازپرسی روح الله زم فیلم برداری شده بود، نماینده دادستان از او پرسید آیا اظهاراتش در آن جلسات را قبول دارد یا خیر؟ زم در پاسخ به این سوال گفت بعضی از موارد را قبول دارم، بعضی ها را نه. رفتار بازپرس شرعی، قانونی و انسانی بود، اما برخی موارد را الان که مرور می‌کنم قبول ندارم. با بهترین روش رفتار می‌کردند و هر جا که خود می‌خوابیدند من نیز آنجا می‌خوابیدم. همان غذایی که خودشان می‌خوردند به من می‌دادند. در 5مین جلسه محاکمه روح الله زم که در 13 خرداد برگزار شد، از متهم دیگری به نام توانا محمدی مدیر فنی احمد نیوز رونمایی شد. محمدی گفت به دستور روح الله زم قرار بود برای زدن یک پایگاه سپاه به صورت پایلوت $500,000 و پس از آن برای بقیه جاها $2,000,000 دریافت کنم. روح الله زم به من اعتماد کامل داشت و حتی عکس پاسپورت و گواهینامه خود را برای من ارسال می‌کرد. به حساب مالی روح الله دسترسی داشتم و آدرس پستی، قبض آب و برق و گاز را نیز داشتم. من به عنوان ادمین حفاظتی کنترل اینستاگرام احمد نیوز را داشتم و در صفحه شخصی او بودم زیرا به من اعتماد کامل داشت.
چندین بار از طریق او پیشنهاد خارج شدن از ایران مطرح شد که تحت حمایت او قرار میگیرم، اما قبول نکردم. زم از من خواست برای او پاسپورت آمریکایی درست کنم. او از من خواست صفحه امیرعباس فخرآور و چند تن دیگر را هک کنم. زم در مورد اظهارات محمدی گفت به این فرد اعتماد کامل نداشتم. با او در تماس بودم. وقتی صفحه اول آمد نیوز در اینستاگرام با 300,000 عضو هک شد، او با ادمین تماس گرفت و گفت میتوانم صفحه را برگردانم. از او پرسیدم که هستی؟ گفت کرد هستم. با جوانمردی موضوع را چک کردم. جوانمردی گفت قابل اعتماد است و با من کار میکند. من هم پسورد و رمز صفحه را به توانا دادم. در سال 95 یا اوایل 96 بود که با توانا ارتباط داشتم. این ارتباط ادامه داشت تا اینکه یک روز گفت من با یک جن ازدواج کردم. بعد عاشق دختر دیگری شدم و آن جن من را بیچاره کرد. با او چت می کردم و این چیزها را می گفت. توانا صفحه ای را در اینستاگرام که سابقه آن برای یک دختر جنجالی بود به همه فحاشی می کرد را برای ما بالا آورد. 1 سال بعد متوجه شدیم که صفحه آمد نیوز صفحه فلان دختر بود. فلش بک که زدیم دیدیم توانا این صفحه را به ما داده است. در این جلسه روایتی از عشق و عاشقی زم نیز مطرح شد. هنگام شهیدی در اظهاراتی که توسط نماینده دادستان قرائت شد در مورد زم گفت با زم از خرداد سال 95 ارتباط داشتم و به من علاقه پیدا کرد و از من خواستگاری کرد. او از من خواست از کشور خارج شوم و این موضوع مربوط به زمانی بود که هدایت آقایی از من جدا شده بود. روح الله مرا در جریان خیلی از چیزها قرار میداد و بعد از فوت تاجیک تنها شده بود. من اگر می‌خواستم می‌توانستم روح الله زم را در چنگ خود بگیرم. او به من اعتماد داشت. هر خبری را که می‌گفتم کار می‌کرد. فرانسه به او اسلحه داد. من روح الله را 9 ماه بالا پایین کردم. خبرهایی که در آمد نیوز منتشر می‌شد را من ویرایش می‌کردم. زم در مورد بحث عشق و عاشقی و خواستگاری از هنگام شهیدی سکوت کرد، اما در مورد ویرایش اخبار این گونه واکنش نشان داد. من به او می‌گفتم تو چه جور روزنامه‌نگاری هستی که اینطور خبر می‌نویسی؟ مطالبی که او می‌فرستاد را خودم ویرایش می‌کردم و اینطور نبود که او ویرایش کند. وکیل روح الله زم در 6مین جلسه دادگاه به هنگام دفاع از موکل خود درباره اتهام توهین به ماموران دولتی و تحریک مردم به اغتشاش گفت: روح الله زم مسئولیت کار خود را پذیرفته و اعلام کرد این اقدام وی تحت تاثیر جو رسانه‌های خارج از کشور بود. وکیل روح الله زم تاکید کرد موکلم اتهام توهین به مقدسات را تکذیب می‌کند. در ادامه جلسه دادگاه روح الله زم با ابراز پشیمانی از اقدامات خود در خارج از کشور گفت: این اقدامات تحت القاءات پیش گفته انجام شده و من در دوران جوانی تحت تاثیر هیجانات رسانه‌ای قرار گرفتم. او در بخشی از دفاعیات خود گفت: نباید در قالب یک دسته یا حزب سیاسی عمل می‌کردیم. با توجه به اینکه به اشتباهات خود پی برده بودم، به دلیل فضای هیجانی رسانه‌ای خارج از کشور نمی‌توانستم به یک باره چرخش 180 درجه‌ای داشته باشم. وکیل روح الله زم هم درباره اتهام حمایت از تجزیه طلبان دفاعیاتی را انجام داد و اتهام موج‌آفرینی و حمایت از کمپین‌های ضد امنیتی توسط موکل خود را اشتباه به دور از هر گونه سوء نیت عنوان نمود. روح الله زم در این پرونده قضایی با اتهاماتی از جمله حمایت از محکومان امنیتی، خاندان پهلوی و بهائیان روبرو بود. وکیل روح الله زم اعلام کرد که موکلش این اشتباهات را پذیرفته و دفاعی وجود ندارد. روح الله زم در بخش دیگری از دفاعیات خود در 6مین و آخرین جلسه دادگاه ادعا کرد که کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی از وی برای همکاری علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده بودند. روح الله زم در دفاعیات خود تاکید کرد این کشورها پول خوبی هم پیشنهاد کرده بودند. او گفت از طرف یکی از دوستان برای تأسیس یک تلویزیون با سرمایه‌گذاری عادل الجبیر وزیر امور خارجه پیشین عربستان سعودی به وی پیشنهاد شده بود و رابطه تا قرار ملاقات هم پیش رفت. او اتهام مبنی بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی علیه کشور را پذیرفت، اما تاکید کرد قصدی برای تشکیل حزب یا گروهی که به جرائم علیه کشور منجر شود نداشتم. روح الله زم ضمن تشکر از رفتار محترمانه بازپرس خود و قدردانی از قاضی صلواتی گفت: امیدوارم که حکم صادره حکمی باشد که مرا به سوی دیگری که مسیر درستی نیست پرتاب نکند. غلام حسین اسماعیلی 10 تیر ماه اعلام کرد که دادگاه 13 مورد از اتهامات روح الله را
مصادیق افساد فی‌الارض دانست و برای او حکم اعدام صادر کرد. در چند مورد اتهامی که افساد فی‌الارض نبود به مجازات حبس محکوم شد. در واقع کیفرخواست ذم حاوی 17 بند بود، اما در رابطه با مصادیق جرایم نه تنها از سوی قوه قضاییه چیزی اعلام نشد، بلکه در گزارش‌ها و مستندهایی که از سوی صدا و سیما با دیکته مقامات امنیتی ساخته شد هم موردی پیدا نشد. در گزارشی که صدا و سیما در اوایل بازداشت ذم منتشر کرد، سخن از اطلاعاتی در مورد دریافت 2 میلیون دلار از آمریکا و چند صد هزار دلار از منابع دیگر به میان آمد، اما در متن حکم صادره تنها مبلغ 97550 یورو دیده میشد. اصول دادرسی قانون در روند پیگیری پرونده رعایت نشد. در روند رسیدگی پرونده به روح الله ذم اجازه در اختیار گرفتن وکیل داده نشد. او ناچار به استفاده از وکیل تسخیری شد. بر اساس اطلاعاتی که به دست آمد، به همین وکیل تسخیری هم اجازه دیدار آزادانه با ذم داده نشد. دیدارهای ذم با وکیلش در حضور ماموران امنیتی و تحت فشار برگزار میشد، تا جایی که وکیل تسخیری هم تحت همین فشار توسط قاضی صلواتی و ماموران سپاه پاسداران نتوانست آنطور که باید و شاید از او در دادگاه دفاع کند. او حتی به پرونده روح الله ذم نیز دسترسی نداشت. محمد علی ذم، پدر روح الله ذم، هم در این رابطه نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و به این موضوع اعتراض کرد. او در این نامه نوشت: متهمی که حدود 9 ماه در بیخبری کامل از همسر و دختران خردسال مظلومش که در غربت زندگی می‌کنند بود و امکان هیچ تماس تلفنی و ملاقات با پدر و مادر و بستگانش را نداشت، برای گفتگو با وکیلش هم از اندکی آزادی برخوردار نیست. سایه ماموران امنیتی را بر سر خود سنگین می‌بیند. چگونه می‌تواند تحت فشار نباشد و احساس آرامش داشته باشد؟ خانواده و نزدیکان روح الله ذم همانند وکیل تسخیری او هیچ اطلاعاتی از پرونده روح الله ذم نداشتند و اطلاعات آنها از دادگاه هم محدود به همان چند دقیقه فیلمی بود که توسط وبسایت‌های امنیتی صدا و سیما به صورت گزینشی پخش شد. روح الله ذم در طول 8 ماه بازداشتش توسط اطلاعات سپاه نتوانست ارتباطی با خانواده‌اش در ایران و همسر و فرزندانش در فرانسه داشته باشد. او بدون ملاقات و تماس تلفنی در بیخبری کامل روزهای بازداشت، بازجویی و دادگاه را سپری کرد. تنها زمانی که او توانست با خانواده‌اش دیدار کند، صبح 10 تیر ماه بود. زمانی که ساعاتی بعد از آن قرار بود غلام حسین اسماعیلی خبر صدور حکم اعدام او را به رسانه‌ها اعلام کند. البته این دیدار هم تنها با پدر، مادر و یکی از خواهرانش انجام شد و اجازه بردن لباس و وسایل شخصی نیز به خانواده داده نشد. در همین راستا دبیر دریابیگی، وکیل تسخیری روح الله ذم نیز در لایحه دفاعش به بخشی از این اتفاقات اعتراض کرد و صدور حکم اعدام و جرم افساد فی‌الارض را بی ربط به بازجویی‌ها و اظهارات روح الله ذم دانست و نوشت: در کیفرخواست صادره هیچ گونه دلیل و سند محکمه پسندی علیه مشارون الیه ارائه نشده است. موکل من در بازجویی‌های متعدد و در محضر بازپرس محترم صراحتاً و منجزاً این اتهام را رد نمود. اما پرونده روح الله ذم با مستندهایی که سیمای جمهوری اسلامی برای او تهیه کرد و به واسطه نامهایی که بر اساس گزارش‌های مختلف در پرونده‌اش وارد شد، حواشی مهمی پیدا کرد. در 5مین جلسه رسیدگی به دادگاه روح الله ذم، نام هنگام شهیدی، فعال و زندان سیاسی سابق، به میان آمد. قاضی صلواتی مدعی شد که هنگام شهیدی در اعترافاتش علیه روح الله ذم سخن گفت و به ارتباطش با او اعتراف کرد. قاضی صلواتی از روح الله ذم پرسید: آیا از خانم هنگام شهیدی برای آمد نیوز پولی قرض کردید؟ او در جواب گفت: یک بار پولی از ایشان گرفتم اما ادامه صحبت‌های ذم در متن‌های این جلسه و در فیلم منتشر شده از آن وجود ندارد. مشخص نیست که این فیلم تقطیع شده است یا نه. اما در فیلمی که از این سوال پخش شد، هم واژه قرض را از زبان قاضی صلواتی سانسور کردند. صلواتی در ادامه بخشی از اعترافات هنگام شهیدی را قرائت کرد. با ذم از خرداد سال 95 ارتباط داشتم. او به من علاقه پیدا کرد و از من خواستگاری کرد. اما در واکنش به این اظهارات، سید علی اصغر حسینی، وکیل هنگام شهیدی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتهامات به هیچ وجه صحت ندارد و هنگام شهیدی چنین حرفهایی را نزده است. این جانب به عنوان وکیل خانم شهیدی
و با توجه به اینکه همکنون موکلم در زندان است و امکان دفاع از خود را ندارد، از قاضی صلواتی و مجموعه دادگاه انقلاب درخواست می‌کنم هر سندی اعم از فیلم یا نوشته امضا شده از خانم شهیدی دارند که ثابت می‌کند وی مطالب مطرح شده در جلسه دادگاه را بیان نموده، این اسناد و مدارک را در اسرع وقت منتشر نمایند. در غیر این صورت بر حسب ضرورت و در دفاع از موکلم جزئیات پرونده مربوط به خانم شهیدی و نحوه صدور حکم و محکومیت ایشان منتشر خواهد شد تا بر همگان مشخص شود آیا خانم شهیدی در یک فرایند قانونی عادلانه بازداشت، محاکمه و مجازات سنگین 12 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده و در زندان به سر میبرد یا خیر. او همچنین افزود: بنده به عنوان وکیل خانم شهیدی اعلام می‌کنم در صورت ارائه هر گونه سند محکمه پسند و قانونی دال بر موارد مطروحه در جلسه دادگاه آقای زم، خانم شهیدی تا آخرین روز محکومیت حبس صادره را بدون هیچ اعتراضی در زندان سپری و به علاوه تا پایان عمر از تمام فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای کناره‌گیری خواهند نمود. محمد حسین رستمی، مدیر سایت اعماریون، یکی از سایت‌های تندروی اصولگرا بود که در پرونده زم بارها نام او آورده شد. او یکی از اولین افرادی بود که نامش به عنوان رابط زم مطرح شد. هرچند بعداً مشخص شد او به اتهام حمل سلاح گرم بازداشت شده بود و پس از آن به اتهام ارتباط با آمد نیوز از او بازجویی کردند. در مستندهای مربوط به روح الله زم چند بار فایل صوتی مربوط به او پخش شد. گویا وجود این فایل‌ها تنها سند وجود این ارتباط بود. رستمی با ارسال چندین فایل صوتی از زندان خطاب به حسین طائب، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه تاخت و اعلام کرد که طائب و اطرافیانش به قصد تصفیه افراد اقدام به پرونده سازی برای آنان می‌کردند. در این راه با واسطه‌هایی اطلاعاتی را در اختیار زم قرار می‌دادند. شنیده‌ها حاکی از آن است که حسین طائب به بهانه نفوذ باعث ارتباط برخی افراد با زم می‌شد. سپس آن افراد به جرم ارتباط با آمد نیوز و جاسوسی برای دولت‌های بیگانه محاکمه می‌شدند. او معتقد بود این سناریو درباره او نیز اجرا شد. رستمی زمانی که پیگیر فساد طائب و اطرافیانش بود، بازداشت و به جرم ارتباط با آمد نیوز بازجویی شد. این اتهامات هیچ وقت از سوی او مورد قبول واقع نشد. این متهم پرونده زم در زمان سپری کردن دوران محکومیتش اتهامات دیگری را هم متوجه طائب کرد و از او با لحنی تهدیدآمیز در رابطه با پرونده‌های کارشناسان محیط زیست، علت مرگ کاووس سید امامی، پرونده هلدینگ یاس، ماجرای سپاه بدر، استخدام اخراجی‌های وزارت اطلاعات، پرونده محمد سرافراز و شهرزاد میرقلی خان، ماجرای نرم افزار سروش، پرونده دو تابعیتی‌ها و همکاری با رسول دانیالزاده پرسیده شد. محمد حسین تاجیک، فرزند حاج ولی، یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود. او برنده مدال نقره المپیاد ریاضی دانش آموزی بود. به گفته زم و بر اساس گزارش العربیه در 17 سالگی از طریق پدرش که اطلاعاتی بود به وزارت اطلاعات راه یافت و تا سال 1392 با آن وزارت همکاری داشت. در مرداد 92 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در مرداد 95 برای اولین بار روح الله زم خبر کشته شدن او را اعلام کرد. زم معتقد بود اگر او می‌خواست اطلاعات خود را در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر بگذارد، می‌توانست اسنودن ایران شود. روح الله زم در خبر خود اعلام کرد تاجیک با حضور پدرش و یکی از کارکنان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در منزل خود واقع در شرق تهران به قتل رسید. از جزئیات این اتفاق اطلاعات زیادی در دست نیست، اما العربیه از منبع خبری خود نقل کرد که ساعتی پیش از قتل این منبع در حال صحبت با تاجیک بود. او گفت پدرم به همراه یکی از کارکنان حفاواجا در حال ورود به منزل بود و پس از خروج وی تماس مجدد برقرار شد. اما محمد حسین تاجیک 1 ساعت پس از این اتفاق به قتل رسید. بعدها تاجیک را به عنوان یکی از منابع خبری آمد نیوز معرفی کردند که روح الله زم هم چند باری اسم از او به میان آورده بود. با کشته شدن تاجیک
هیچ دسترسی برای تایید همکاری او با روح الله زم و نقش او در خروج اطلاعات از ایران پیدا نشد. پس از فوت تاجیک، فردی به اسم علیرضا عباس‌زاده با روح الله زم ارتباط برقرار کرد و ادعا داشت او دوست محمد حسین تاجیک بود. این فرد مدت زیادی با روح الله زم در ارتباط بود و در برخی خبرهایی که منتشر شد در آمد نیوز نقش داشت، تا اینکه مستندی به نام ایستگاه پایانی دروغ منتشر شد. در این مستند نشان داده شد که عباس‌زاده مکالمات خود با روح الله زم را در حضور ماموران اطلاعات سپاه انجام میداد و عملاً خبرهای دیکته شده توسط آنان را در آمد نیوز منتشر می‌کرد. حکومت تلاش کرد در این مستند که در 2 قسمت منتشر شد، عمق نفوذ و تسلط اطلاعاتی خود را با پخش فیلم‌های مکالمات خصوصی زم و پخش تصاویر خانواده‌اش به رخ بکشد. هرچند روح الله زم بلافاصله فیلمی از خود منتشر کرد که نشان می‌داد او نیز پیش از یکی از مکالماتش با عباس‌زاده این گفتگو را با دوربینی ضبط کرده بود و پیش از تماس رو به دوربین با اعلام اینکه به نفوذی بودن آن فرد آگاه است اعلام کرد که در حال ترتیب دادن عملیات فریب و دادن اطلاعات غلط به این فرد است. از سرنوشت عباس‌زاده هیچ خبری در دست نیست، هرچند برخی خبرهای جسته گریخته خبر از بازداشت او در روزهای منتهی به پخش فیلم مستند می باشد. با بررسی افرادی که نامشان در پرونده روح الله زم آمده بود می توان چنین نتیجه گیری کرد که نهادهای امنیتی به دلیل اینکه اعدام زم را در برنامه خود داشتند، نام زم را سپر بلای افراد دیگر قرار دادند. پدر روح الله زم نیز در بخشی از نامه خود به قوه قضاییه در این رابطه نوشت: اگر متهم و رسانه‌اش تحت اشراف اطلاعاتی کشور بود، چرا دستگاه‌های مربوط که باید ناجی و نجات بخش امثال این جوان ناپخته و خطاکار باشد، از این وظیفه خود سرپیچی کردند؟ مگر کار نخست و کلان نظام ما هدایت و پیشگیری از گناه و آلوده شدن و به سیاهچال نفس گرفتار شدن فرزندان ملت نبود و نیست؟ حکومت فقط و فقط قصد داشت چنین متهمی را به اعدام محکوم کند. در این صورت این مخاطب چنین میپنداشت که برگزاری دادگاه او صرفاً یک امر سوری و تشریفاتی بود و با عدالت مرسوم و موعود دستگاه قضا فاصله زیادی داشت. حالانکه چنین قضاوت القایی از سوی رسانه ملی زیبنده این نظام مظلوم و قوه قضاییه آن که سعی بر اسلامی بودن و رعایت اخلاق دارد نیست. اعدام روح الله زم. خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران بامداد شنبه 22 آذر ماه 1399 از اعدام روح الله زم خبر دادند. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام روح الله زم را تایید کرد. پدر روح الله زم گفت به پسرش پیش از اعدام آنچنان که قانون مقرر کرده خبر ندادند که وصیت‌نامه بنویسد. او از مقامات ایرانی پرسید چرا در اعدام پسرش این همه عجله شد؟ چرا متهم از حق اطلاع حکمش محروم نگه داشته شد؟ چرا بعد از اعلان حکم نه تنها به خانواده وی گفته نشد که این آخرین دیدار است، بلکه توسط مسئول پرونده بسیار تاکید شد که این موضوع مخفی نگه داشته شود. حتی چندین نوبت تکرار شد که پسرش به دلیل برخورداری از امکانات بهتر و ملاقات بیشتر 2 تا 3 روز دیگر از بند 2 الف اطلاعات سپاه به بند عمومی منتقل شد. پدر زم در یادداشت اینستاگرامی خود از نداشتن فرصت کافی برای ارائه درخواست دادرسی پرسید و نوشت: چه اراده حقیقی یا حقوقی فراقانونی برای تعجیل در اجرای حکم اعدام وجود داشت؟ محمد علی زم، پدر روح الله زم، در دومین یادداشت خود درباره پسرش در اینستاگرام از شورای عالی امنیت ملی ایران به دبیری علی شمخانی و به ریاست حسن روحانی به عنوان شرکای واقعی در اعدام فرزندش نام برد و نوشت: شورای عالی امنیت ملی یک ستاد ویژه برای رصد کانال تلگرامی آمد نیوز و تعقیب و تخریب لحظه به لحظه روح الله و فشار قضایی بر خانواده و دستگیری پیاپی خویشان او تشکیل داده بود که 9 یا 12 نهاد عضو آن بودند. او به اظهارات محمد تولایی، معاون دفتر فرماندهی کل سپاه پاسداران ایران، در مصاحبه با خبرگزاری تصنیم استناد کرد که گفته بود روح الله زم از 2 سال پیش در تور اطلاعاتی سپاه قرار داشت.
محمد علی زم در این یادداشت از تحقیقات خانواده، دوستان، شاهدان و وکیل پسرش در فرانسه از لابلای اشارات و گفته‌های او در 4 ماه آخر حیات دریافته بود که عامل اصلی فریب و کشاندن روح الله به عراق 2 نفر به نام‌های وفا نیکفر در استرالیا و شیرین نجفی در ترکیه بودند. او با اشاره به نمایشی بودن دادگاه پسرش نوشت: روح الله در یکی از ملاقات‌ها در حضور مسئول پرونده، مأموران و دوربین‌ها گفت از چند روز مانده به هر جلسه دادگاه با من تمرین می‌کردند که چه چیزی بگویم و چگونه بگویم. محمد علی زم در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: با درخواست موضع‌گیری از کشورهای فرانسه، عراق و استرالیا درباره اتهام همکاری در بازداشت و انتقال فرزندش به ایران، روایت اکبر خوشگوش، یکی از مأموران سابق وزارت اطلاعات ایران که مدعی شده بود فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرد، تکذیب کرد. او در متن خود خوشگوش را یک عنصر امنیتی سوخته خواند و ادعاهای او را قصه سرایی دروغین برای فریب افکار عمومی و شریک تراشی برای تخفیف این اعمال مجرمانه عنوان کرد. هرچند دولت فرانسه به طور رسمی به این اتهام واکنش نشان نداد، اما منابع دیپلماتیک این کشور ادعای خوشگوش مبنی بر تبادل زم را به شدت تکذیب و آن را اتهامات کاملاً بی‌پایه توصیف کردند. عبدالرحمن برومند. دکتر عبدالرحمن برومند متولد گز برخار اصفهان، فعال سیاسی و رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی، روز پنجشنبه 29 فروردین 1370 در جلوی در آپارتمانش در پاریس با ضربات کارد توسط مأموران جمهوری اسلامی ترور شد. برومند پس از پایان دوران دبیرستان درس خود را در رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران پی گرفت. او پس از فارغ التحصیلی در سال 1329 هجری شمسی برای ادامه تحصیل عازم سوئیس شد و دکترای حقوق خود را در سال 1335 هجری شمسی از دانشگاه ژنو دریافت نمود. برومند از رهروان راه مصدق بود که پس از بازگشت از اروپا به صف یاران وی در جبهه ملی ایران پیوست. در سال 1339 خورشیدی دوبار از سوی جبهه ملی نامزد نمایندگی مجلس شورای ملی از اصفهان شد، اما هر 2 بار از انتخاب او جلوگیری به عمل آمد. بار دوم در واکنش به مداخله کارگزاران دولتی در امر انتخابات به ایراد سخنرانی‌های صریح و آزادی طلبانه علیه دستگاه حاکم پرداخت. در پی تظاهرات چندین هزار نفری مردم به پشتیبانی از او و علیه انتخابات فرمایشی، ساواک وی را شبانه بازداشت و روانه تهران کرد. وی ناچار به سکونت در تهران شد و در آن شهر به وکالت در دادگستری مشغول شد. برومند در سال 1342 به عضویت شورای جبهه ملی انتخاب شد، اما اختناق پس از آن چنان شدید شد که عملاً امکان فعالیت سیاسی از میان رفت. برومند و دوستانش که اعتقادی به مبارزه مسلحانه نداشتند، انزوای سیاسی را بر هر گونه همکاری با استبداد ترجیح دادند. اواخر سال 1356 بار دیگر جبهه ملی به فعالیت و تجدید سازمان پرداخت و برومند به عضویت شورای مرکزی برگزیده شد. وی از معدود اعضای شورای جبهه ملی بود که مقاومت بختیار را در مقابل خمینی و حکومت مذهبی تایید کرد و به حمایت از وی برخاست. زمانی که شورای جبهه ملی عضویت بختیار را به علت قبول نخست وزیری لغو نمود، برومند در اعتراض به این تصمیم شورا را ترک کرد. بختیار در مراسم بزرگداشت برومند روز شنبه 6 اردیبهشت 1370 گفت: ما بارها گفته ایم و نوشته ایم که همسایگان ما باید اطمینان حاصل کنند که ایران نه ژاندارم خلیج فارس خواهد شد و نه تحمل ژاندارم خارجی را خواهد کرد. باید به رغم اختلافات در جزئیات و سلیقه‌ها بی توجه به طرح قلدران خارجی و مزدوران داخلی برای استقرار یک رژیم ملی‌گرا و دموکراتیک در کشورمان تلاش کنیم. باید امروز بیشتر از همیشه توجه داشته باشیم که افسانه آخوندهای معتدل، یعنی افرادی که هم خود را پیرو مکتب خمینی می‌دانند
و هم خود را به سیاست خارجی ضد خمینی فروخته‌اند، در واقع آنها برای فریب ما ساخته و پرداخته شده اند قابل اعتماد نیستند. باید ایمان داشته باشیم که فقط رژیمی دموکرات برای ما راه حل منطبق با منافع کشورمان است. در واقع تجلیل عمومی و همصدایی که هنوز هم از برومند به عمل می آید، پاسخ فداکاری و از خودگذشتگی تحسین آفرینی است که او برای فروزان نگاه داشتن شعله مقاومت و مبارزه از خود نشان داد. او معتقد به عظمت ایران بود و می گفت ایران هرگز نخواهد مرد. ارتباط عبدالرحمن برومند با آیت الله خمینی قبل از انقلاب و پرداخت خمس و زکات به خمینی توسط ابوالحسن بنی صدر. برومند در مصاحبه‌ای در مورد خود می‌گوید شغل اصلی و رسمی من وکالت دادگستری است، ولی همانطور که عرض کردم در یک خانواده روستایی مرفه به دنیا آمدم. پدر من از ملاکین بزرگ اصفهان بود. خود من، جد من هم همینطور. تا چندین پشت علاوه بر شغل وکالت دادگستری که داشتم، به مشاغل خصوصی خودم یعنی زراعت می پرداختم. عرض کنم حضورتان که در بخشی از کارهای صنعتی سرمایه گذاری و فعالیت داشتم. می توانید به طور مشخص بفرمایید این کارها چه بودند؟ بنده در بعضی از کارخانجات پارچه بافی اصفهان سهام داشتم. در کارخانه قند اصفهان صاحب سهم بودم. در کارخانه سیمان سهام داشتم. خودم مدتی عضو هیئت مدیره شرکت قند اصفهان بودم. عرض کنم حضورتان که در اواخر سال 1349 به اتفاق برادرانم یک پروژه شهرسازی نزدیک اصفهان پیاده کردیم. یک پروژه 40,000 واحد مسکونی هم با بقیه شریک بودیم. اینها را به وجود آوردید، ساختید؟ نه، تا 5,000 تای آن را ساختیم که به انقلاب خورد و کلیه اموال ما مصادره شد. در بدو امر 2,000 خانه به قیمت 35,000 تومان به مردم فروختیم. خانه‌های بسیار خوبی که در حال حاضر به چند میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. این خانه‌ها در اصفهان بود. پروژه ما در نزدیک اصفهان به نام شاهین شهر بود که در همان ملک پدری خودمان، یعنی یکی از املاک را برای این کار جدا کردیم که پروژه بسیار موفقی بود. افرادی که ما به آنها خانه فروختیم کسانی بودند که هرگز خواب داشتن یک خانه را هم نمی‌دیدند. به گفته ابوالحسن بنی صدر، عبدالرحمن برومند مبلغ 4 میلیون فرانک فرانسه در اوایل دهه 70 میلادی بابت خمس به او پرداخت کرد تا به روح الله خمینی بدهد. خمینی به جمع کنندگان وجوهات از مردم 10% بورسانت میداد. بنی صدر از این را 400,000 فرانک درآمد کسب کرد که صرف ترجمه و انتشار کتاب مغضوبین زمین شد. عبدالرحمن برومند در مصاحبه با ضیا صدقی در پروژه تاریخ شفاهی ایران شرح داد که پس از فوت آیت الله بروجردی در فروردین 1340 وجوهات شرعی را ابتدا از طریق یکی از بازاری‌های اصفهان به آیت الله شریعت مداری یا آیت الله گلپایگانی می پرداخت، سپس این رابط مبالغ را به روح الله خمینی پرداخت می کرد. برومند هم در بین سالهای 47 تا 51 در سفری که به اروپا داشت با ابوالحسن بنی صدر ملاقات کرد. متقاعد شد که این وجوهات را از طریق او به روح الله خمینی پرداخت کند که این پرداخت‌ها تا پاییز 1357 و ملاقات او با روح الله خمینی در پاریس ادامه داشت. شایان ذکر است که خانواده برومند مالک مزرعی در 30 کیلومتری شمال غربی اصفهان بودند که پدر برومند قنات پرآبی را هم در آن احداث کرده بود. شاهین شهر اصفهان بعدها در این اراضی ساخته شد. خانواده برومند با تأسیس شرکت عمران شاهین شهر این اراضی را توسعه دادند. کتاب دوزخیان روی زمین که بنی صدر ادعا کرد با 10% از خمس دریافتی از عبدالرحمن برومند آن را ترجمه کرد، به قلم فرانس فانون نویسنده فرانسوی به نگارش درآمده بود که در سال 1961 چند روز قبل از مرگش منتشر شد. این کتاب با سرعت باور نکردنی به 15 زبان ترجمه گردید و تأثیر زیادی بر انقلابیون و مبارزان سیاسی جهان گذاشت. این کتاب آخرین کتاب فانون می باشد که در سال 1336 در اولین فرصت توسط علی شریعتی با مقدمه‌ای از ژان پل سارتر به زبان فارسی ترجمه شد. البته ترجمه دیگری به قلم ابوالحسن بنی صدر به تاریخ 1356 شمسی وجود دارد که تفاوتی با ترجمه علی شریعتی ندارد.
حتی احتمال می رود که وی کتاب ترجمه شده شریعتی را با نام خود باز نشر کرده باشد. ملاقات عبدالرحمن برومند با خمینی در پاریس. در بهمن ماه 1357 برومند به فرانسه اعزام شد تا مقدمات ملاقات بختیار و خمینی را فراهم سازد. ملاقات بختیار با خمینی هرگز صورت نگرفت، زیرا خمینی آن را مشروط به استعفای بختیار از مقام نخست وزیری کرد. شرطی که برای بختیار پذیرفتنی نبود، چون وی دیدار با خمینی را نه به عنوان یک شهروند عادی بلکه به عنوان نخست وزیر لازم می‌دانست. برومند در مصاحبه با ضیا صدقی در پروژه تاریخ شفاهی ایران در مورد ملاقاتش با خمینی می‌گوید: جبهه ملی یک جبهه ملی ضد دینی نبود، بلکه جبهه‌ای بود که هم آدم مذهبی و هم آدم غیر مذهبی در آن عضو بود. اصلاً در سازمان جبهه ملی ایران چیزی به نام مذهب مطرح نبود، چون ما یهودی و ارمنی هم جزو جبهه ملی داشتیم. این جبهه انحصار به یک دین معینی نداشت. حتی زرتشتی هم عضو جبهه ملی ایران بود. آقای خمینی اینجا در پاریس به من گفت: شما چرا اسم آن را نمیگذاری جبهه ملی اسلامی؟ گفتم این یک حشو قبیح است. درست است که کشور ایران یک کشور اسلامی است و ما هم مثل بقیه مردم مسلمان هستیم. اما ایرانی غیر مسلمان هم داریم. آنها هم صاحب این مملکت هستند و حق دارند که در سرنوشت این مملکت دخالت کنند. هنگام سقوط دولت بختیار، برومند در پاریس بود و بدین گونه آن سفر کوتاه مبدل به اقامت دائم او شد. برومند به لطف ثروت موروثی خود و همسرش پریدخت کازرانی زندگی می کرد و با ورود بختیار به پاریس در مرداد 1358 برومند آپارتمان شخصی خود را در اختیار وی قرار داد. این همان آپارتمانی بود که در 25 تیر ماه 1359 مورد حمله انیس نقاش و همدستانش قرار گرفت. نقاش مأموریت داشت بختیار را به قتل برساند، ولی به دلیل امنیتی بودن شرایط در ورودی بختیار در ترور اول زنده ماند. به جای او یک پلیس و زنی از همسایگان خانه قربانی نقشه شوم مأموران جمهوری اسلامی شده و کشته شدند. برومند آرمان سیاسی خود را اینگونه شرح می‌داد: حاکمیت ملی و استقرار آن در مملکت هدف نهضت مقاومت ملی ایران است. مفهوم حاکمیت ملی این است که مردم در داخل کشور از آزادی و دموکراسی و در صحنه بین المللی از استقلال بهره مند باشند. منظور از دموکراسی حکومت اکثریت با رعایت کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت به نحوی که اقلیت مجال و امکان اکثریت شدن را داشته باشد. این هدف جدیدی نیست. هدف میهم پرستان و آزادیخواهان مملکت قبل از جنبش مشروطیت نیز همین بود. ترور عبدالرحمن برومند. عبدالرحمن برومند روز پنجشنبه 29 فروردین ماه 1370 در مقابل آسانسور ساختمانی در پاریس که آپارتمان مسکونی وی در آن قرار داشت با ضربات کار به قتل رسید. در واقع چنین تصور می شود که ترور رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران از نخستین اقدامات جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان در خارج از کشور و همچنین مقدمه‌ای برای ترور بنیانگذاران این نهضت یعنی شاپور بختیار بود که دقیقاً چند ماه بعد در تاریخ 15 مرداد 1370 رخ داد. نهضت مقاومت ملی ایران هدف از قتل عبدالرحمن برومند را محرومیت حزب از توانایی رهبری وی و کاهش میزان تاثیرگذاری آن بر معادلات سیاسی ایران پس از ترور بختیار اعلام کرد. لادن برومند و رویا برومند دختران وی به یاد پدرشان و برای تحقق اهدافش بنیاد عبدالرحمن برومند را در سال 1380 تأسیس کردند. آنها تلاش می‌کنند تا از طریق آموزش و تقویت فرهنگ مردم سالاری و اشاعه اندیشه حقوق بشر به تأمین عدالت و استقرار دموکراسی و ثبات آن در ایران کمک کنند. در همین راستا در سال 2009 جایزه حقوق بشر بنیاد لخ والسا را دریافت کردند. گفتگو با لادن برومند در مورد زندگی و مبارزات و مرگ پدرش. سوال: عبدالرحمن برومند در خاطرات خود
هم از دیکتاتوری رضاشاه و هم از اختناق محمد رضا شاه سخن میگوید. او گرچه فرزند یکی از مالکان بزرگ در اطراف اصفهان بود، ظاهراً با آغاز فعالیت دکتر مصدق به شیوه سیاسی او علاقه‌مند شد. او هنوز دانشجوی حقوق در دانشگاه لوزان سوئیس بود که دولت ملی مصدق در ایران مستقر شد، اما قبل از بازگشت او به ایران دولت مصدق سقوط کرد. بنابراین پیوستن او به جبهه ملی پس از کودتای 28 مرداد در زمانی صورت گرفت که دوران سرکوب و افول آن بود. چرا برومند مصدقی شد؟ از فعالیت‌های دانشجویی او در سوئیس بگویید، اینکه چگونه از دور به راه مصدق علاقه‌مند شد. جواب: تولد در یک خانواده مرفه دلیل کافی برای عدم علاقه به آزادی، استقلال، حقوق مدنی و سیاسی و عدالت اجتماعی نیست، کما اینکه خود دکتر مصدق از اشرافزادگان وابسته به خاندان متمول بود. رضا شاه از خانواده تهیدست برخاسته بود. یکی رشد و پیشرفت ایران را در استقرار نظام استبدادی و تا حدی مماشات با خارجی‌ها و دیگری در حکومت مشروطه، حکومت قانون و مبارزه برای رهایی از سیطره نیروی خارجی می‌دید. در ضمن پدر بزرگم محمدخان برومند خود نیز مالکی بود که به رفاه و وضعیت زندگی رعایای خود اهمیت می‌داد. به شهادت دیپلمات‌های آمریکایی آن دوره ملک او ملکی نمونه شناخته شد. دوران نوجوانی پدرم همزمان با اشغال ایران توسط قوای متحدین بود، یعنی فراهم شدن شرایطی که پلورالیسم سیاسی و تا حدودی آزادی مطبوعات را ممکن ساخت. از سوی این کودکان دوران رضاشاه که با فرهنگ ایران دوستی بزرگ شده بودند، اشغال ایران را تحقیرآمیز می‌دانستند. در این شرایط آنها حیات سیاسی پرجنب و جوشی را تجربه کردند و امید جهانی استوار بر نظمی نوین را در سر می‌پروراندند. انتخابات مجلس 16 و پررنگ شدن نقش سیاسی دکتر مصدق و سپس نخست وزیری و مبارزه اش برای ملی شدن نفت همه باعث علاقه شدید پدرم به او شد. برای او رسیدن مصدق به نخست وزیری همانند رویایی بود که به واقعیت تبدیل شد. در آن زمان پدر در سوئیس مشغول تحصیل برای اخذ دکترای حقوق بود. پس از کودتای 28 مرداد اعلامیه‌هایی در حمایت از مصدق در سوئیس می‌نوشت و پخش می‌کرد. او همیشه به شوخی می‌گفت که بانی سازمان دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود که بعدها تشکیل و به کنفدراسیون معروف شد. او همچنین نقل می‌کرد که سفیر ایران خواستار بازداشت فردی شده بود که این اعلامیه را منتشر می‌کرد، اما مقامات سوئیسی با اشاره به حق آزادی فکر و بیان تقاضای سفارت را رد کردند. سوال: پدر شما بعد از کودتا به صورت رسمی عضو جبهه ملی شد. قبل از آن و در دوران دانشجویی بیشتر سمپات این جبهه بود. درسته؟ جواب: وقتی جبهه ملی تشکیل شد پدرم در ایران نبود. برای همین از دور دنبال می‌کرد. به همین دلیل هم با کسی ارتباط ویژه‌ای نداشت. سوال: تا جایی هم که می‌دانم شاخه دانشجویی خارج از کشور جبهه ملی نیز بعدها به وجود آمد و در دوره تحصیل دکتر برومند چنین چیزی وجود نداشت. بله، سالها بعد به وجود آمد. سوال: بعد از اینکه پدر شما به ایران برگشت، گروهی از اعضای جبهه ملی اول نهادی با عنوان نهضت مقاومت ملی تأسیس کرده بودند. آیا پدر شما هم عضو آن نهاد شدند؟ جواب: پدرم فردی مستقل بود، روحیه‌اش با کار حزبی همخوانی نداشت. در آن زمان به عنوان یک منفرد طرفدار مصدق با دیگر یاران او در ارتباط بود. فعالیت نهضت مقاومت ملی مخفی نبود. همانطور که می‌دانید از بنیانگذاران آن دکتر بختیار، آقای زنجانی و دیگران بودند. مکالماتی بین دیپلمات‌های آمریکایی و پدرم در گزارش‌های وزارت خارجه دیدم که آمریکایی‌ها می‌پرسند چند نفر از اعضای نهضت مقاومت ملی بازداشت شدند. پدرم می‌گوید ما می‌دانیم تعدادی بازداشت شدند ولی نمی‌دانیم چه کسانی هستند. سوال: آیا ایده تأسیس نهضت مقاومت ملی ایران بعد از انقلاب 1357 از همین نهضت گرفته شده بود؟ جواب: بله. بختیار دقیقاً یک شرایط مشابه میدید. حتی عنوان نشریه نهضت مقاومت قیام ایران بود که همنام نشریه قیام ایران تحت مدیریت حسن صدر وکیل دکتر مصدق منتشر میشد و از سیاست‌های جبهه ملی دفاع میکرد. سوال: پدرتان بعد از بازگشت به ایران از چه طریقی به جبهه ملی پیوست و فعالیت‌هایش چه بود؟ جواب:
پدر مرداد ماه 1335 به ایران بازگشت. نیروهای ملی در آن زمان سخت تحت فشار بودند. به همین دلیل عملاً غیر فعال شده بودند. اما پدر که خانواده‌اش با بختیاری‌ها دوستی و ارتباط 100 ساله داشت، از طریق روابط خانوادگی با دکتر بختیار تماس گرفت. این دوستی و همفکری تا پایان عمر هر دو ادامه یافت. دکتر بختیار پدر را به شخصیت‌های دیگر جبهه ملی همچون اللهیار صالح و آقای کاظمی که هر دو از وزرای مصدق بودند معرفی کرد. من به یاد دارم که در کودکی در تهران اولین بازدید عید نوروز ما منزل آقای کاظمی بود. در آن زمان یعنی در اواخر دهه 40 آقای کاظمی مشغول نوشتن خاطراتشان بودند و پدر با هیجان این کتاب ناتمام را که ایشان به خط خودشان می نوشتند به ما نشان می داد. اگرچه آنها در آن سالها کاری در حمایت از مصدق نمی توانستند بکنند، اما هنوز سخت طرفدار او بودند. حفظ تماس با همفکران و همرزمان تنها کاری بود که در این مدت انجام می شد. تا سال 1339 که جبهه ملی تجدید فعالیت کرد، پدرم فردی مستقل بود و روحیه‌اش با کار حزبی همخوانی نداشت. نزدیک 4 سال پس از بازگشت او و همزمان با به قدرت رسیدن جان اف کندی، کمی از فشار سیاسی بر مخالفان کاسته شد. جبهه ملی از باز شدن روزنه‌ای در فضای سیاسی کشور استفاده کرد و چند کاندیدا برای نمایندگی در مجلس برگزید. پدر من یکی از آنها بود که در اصفهان کاندید شد. سوال: چرا ساواک مانع نمایندگی او در مجلس شورای ملی بود؟ از دوران جابجایی اجباری به تهران و بعد فعالیت‌های سیاسی او در پایتخت چه می‌دانید؟ پس از آن است که مدتی نیز زندانی می‌شود. وضعیت خانوادگی برومند در این دوران چگونه بود؟ شما چه خاطراتی از دوران کودکی و فعالیت‌های پدرتان دارید؟ جواب: من از آن دوران خاطره ای ندارم، اما خود او در این مورد گفته است: روز دوم رأیگیری بود که ساواک اصفهان مرا دستگیر کرد و یک شب در اداره ساواک اصفهان مرا توقیف کردند. فردا صبح مرا آزاد کردند و فردا عصر دوباره مرا گرفتند و شب مرا نگه داشتند و فردا صبح مرا فرستادند به تهران. در قزلقلعه زندانی شدم. چند روز در قزلقلعه زندانی بودم. بعد آزاد شدم، به اصفهان برگشتم. مردم اصفهان استقبال بسیار گرم و دلپذیری در فرودگاه از من کردند. جبهه ملی هم در تهران فعالیت داشت. در اصفهان گروهی داشتیم. هر شب جمعیت برای سخنرانی تا انتخابات می آمدند. بعد از اینکه انتخابات تمام شد، اعلام عدم رضایت از طرف شاه و استعفای کسانی که انتخاب شده بودند منجر شد، یعنی استعفای فرمایشی. تابستان بعد باز انتخابات صورت گرفت و باز پدرم نامزد نمایندگی شد. روز دوم انتخابات با مشاهده تقلب در صندوق‌ها تظاهرات 100,000 نفری در اصفهان در اعتراض به تقلب انتخاباتی شکل گرفت. همان شب پدر بازداشت و به تهران اعزام یا به آنجا تبعید شد. یعنی حق زندگی در شهر خود را از دست داد و 3 ماهی هم در زندان بود، بعد آزاد شد. همانطور که گفتم، من از آن دوران و فعالیت‌های پدر که مسئول شهرستان‌ها و چند تن از دانشجویان بود، خاطره این ندارم. بعد انتخابات کنگره تشکیل جبهه ملی دوم پیش آمد. پدرم به عضویت در شورای جبهه ملی انتخاب شده بود، اما چون دکتر مصدق با تشکیل جبهه متشکل از افراد و شخصیت‌ها موافق نبود و ترجیح می‌داد جبهه‌ای از احزاب تشکیل شود، عضویت در شورا را نپذیرفت. من زمانی را به یاد دارم که دیگر امکان هیچ فعالیت قانونی وجود نداشت. یاران جبهه ملی در منازل یکدیگر جمع می‌شدند و در مورد اوضاع کشور تبادل نظر می‌کردند و یا آنان که در بند نبودند به دنبال کمک به یارانی چون دکتر بختیار یا داریوش فروهر که در حبس بودند می‌شتافتند. زندگی خانوادگی ما روالی عادی داشت. ما به مدرسه می‌رفتیم. جمعه‌ها دوستان جبهه ملی دور هم جمع می‌شدند. پدر همراه با آقایان کشاورز، صدر و هدایت الله متین دفتری دفتر وکالت داشت. به یاد دارم که آقای منوچهر مسعودی که بعدها در دفتر بنی صدر مشغول به کار شد و پس از فرار او توقیف و اعدام شد، کارآموز پدر بود. من از مدرسه ژان دارک به دفتر پدر می رفتم و پس از پایان کار با او به منزل باز می گشتم. سوال: گفتید که از یک دوره‌ای امکان هیچ گونه فعالیت سیاسی برای نیروهای اپوزیسیون نبود و بیشتر آنها در خانه‌های همدیگر جمع می‌شدند. بختیار را می‌دانیم که روابط پدرتان با ایشان خیلی نزدیک بود و تا پایان در کنار هم ماندند. اما بقیه اعضای جبهه ملی بعدها از هم جدا شدند و در نهایت
دو مسیر متفاوت سیاسی را پی گرفتند. آیا بین این دو جریان داخلی جبهه ملی قبل از انقلاب هم تفاوت‌هایی دیده می‌شد؟ جواب: اگر بخواهم به خاطراتم رجوع کنم، آقای دکتر بختیار را بیشتر به یاد می‌آورم که پدرم خیلی به ایشان علاقه داشت و برایشان احترام زیادی قائل بود. ولی در برنامه هفتگی، جمعه‌ها، بیشتر آقای فروهر و برخی کسان دیگر را که شرکت داشتند را می‌دیدیم. فروهر دوستی و نزدیکی خیلی خاصی با پدرم داشت. وقتی زندان بود، پدرم خیلی حواسش به خانواده آنها بود و آنچه از دستش برمی آمد انجام میداد. تا قبل از انقلاب آقای فروهر یکی از دوستان نزدیک پدرم بود. البته آقای فروهر نگاه ناسیونالیستی شدیدی داشت که پدرم نداشت و فکر می کنم از نظر فکری به بختیار نزدیکتر بود. ولی آن موقع برای ما همه اینها یکی بودند. یک دوستی و رفاقتی بینشان بود و آن تنش‌های ظریف سیاسی که در زمان جبهه ملی یا در زمان مصدق وجود داشت به چشم نمی‌خورد. در دوره مبارزات منفی آنها کنار هم بودند. پدرم هم کسی نبود که پشت کسی حرف بزند. از آقای کاظمی، از آقای بازرگان و از همه که دوستان دیگرش همیشه با احترام صحبت می‌کرد. برای بختیار خیلی احترام داشت. با آقای محمد علی کشاورز که وکیل دکتر مصدق بودند و با هدایت الله متین دفتری در یک دفتر وکالت کار می‌کردند. یا هر بار که پدر به فرانسه سفر می‌کرد، حتماً با آقای بنی صدر ملاقات می‌کرد. اینها یک عده رفیق و دوست بودند و روابطشان صمیمانه بود. ما در این صفا و صمیمیت بزرگ شدیم. بعدها در بزنگاه انقلاب تنش‌هایی پیش آمد برای ما. حیرت آور بود که چطور اینها که با هم دوست بودند پراکنده شدند. سوال: به نظر می آید اختلافی که بین این نیروها به وجود آمد تنها اختلاف در منافع نبود، بلکه اختلاف در روش مبارزه سیاسی مهمترین علت جدایی آنها بود. آیا این اختلاف را تنها به یک اختلاف مقطعی یا تصمیم نادرست می توان تقلیل داد؟ جواب: من فکر می کنم ریشه این اختلافات بیشتر در سبک مبارزه بود. آنها اختلاف ایدئولوژیک عمیقی داشتند. جبهه ملی و ملیگرایی همچون چتری بود که گرایش‌های سیاسی مختلفی را پوشش می‌داد. آقای فروهر یک بار به پدرم گفته بود که من نه سوسیالیست هستم و نه دموکرات، من ناسیونالیستم. این حرفا در همان دوره‌ای بود که اتحادشان در آستانه فروپاشی و گسست بود. رویکرد آقای فروهر با بختیار و پدرم متفاوت بود. در جبهه ملی افرادی با گرایش‌های سیاسی مختلف حضور داشتند و مسئله انقلاب مثل ماجرای مبارزه با یک نیروی خارجی نبود که آنها را متحد کند. ملیگرایی به تنهایی نمی‌توانست برای حفظ وحدت کافی باشد و مخرج مشترک همه‌شان شود، چون در آن شرایط دشمن خارجی مسئله اول نبود. آمریکایی‌ها شاه را به حفظ حقوق بشر شهروندانش تشویق می‌کردند. در نتیجه نوع حکومت مسئله اصلی شده بود. انقلاب در واقع مدل یک جامعه سیاسی جدید را مطرح می‌کرد. طبیعی بود که این اتحاد هنوز شکل نگرفته از هم بپاشد. برای اینکه ناسیونالیسم نمی‌تواند ساختار دولتی بسازد، یک بینش سیاسی همراه آن لازم است. حالا این بینش می‌تواند سوسیالیسم باشد، دموکراسی لیبرال یا استبداد باشد. شاید اتفاقی که افتاد طبیعی بود. همانطور که طبیعی بود چپ‌ها از خمینی حمایت کنند، نه از بختیار. رویکردی که خمینی داشت به بینش و ایدئولوژی آنها نزدیکتر بود تا لیبرال دموکراسی که بختیار مدافع آن بود. سوال: پیش از پیروزی انقلاب 1357 جبهه ملی از رادیکال شدن مبارزات سیاسی حمایت نکرد. دکتر برومند دلایل گرایش برخی جوانان به مبارزه مسلحانه را مأیوس شدن آنها از مبارزات مسالمت‌آمیز و این نوع مبارزه را انحرافی دانست. علت این بی‌اعتمادی به مبارزه مسلحانه چه بود؟ جواب: ملیگرایی به تنهایی نمی‌توانست برای حفظ وحدت کافی و مخرج مشترک همه‌شان شود. پدر مسئول بخشی از دانشجویان وابسته به جبهه ملی بود. حتی او می‌دانست در اوایل دهه 40 دانشجویان که به شدت از سیاست‌های حزب توده مأیوس شده بودند، گرایش به کمونیسم که در کشورهای غربی بین جوانان زیاد بود، در جوانان ایرانی کمتر بود و آنها به دامان نیروهای معتدل دموکراتیک بازگشته بودند. او معتقد بود که اگر امکان فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی برای این نیروی جوان فراهم بود، طعمه ایدئولوژی‌های انقلابی و چریکی نمی‌شد. بی‌اعتمادی او به فعالیت مسلحانه ریشه در اعتقاد او
به استقلال و حاکمیت ملی داشت. او معتقد بود که در شرایط آن زمان امکانات و نیروی کافی درونی برای مقابله با دیکتاتور که کنترل ثروت ملی را در اختیار داشت و از حمایت ابرقدرت‌ها بهره مند بود وجود نداشت. به راه انداختن یک حرکت نظامی بدون کمک کشورهای بیگانه مقدور نبود. البته خود این هم خطرهای دیگری به همراه داشت. سوال: می‌دانیم جبهه ملی از یک دوره‌ای گفت که دوره تعلیق استراتژی و دوره صبر و انتظار است و تمام فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. جبهه ملی دوم و سوم شکست خورده بود. اعضای نهضت آزادی هم که دستگیر شدند و زندان بودند. از آنجا بود که جوانها به سمت مبارزات مسلحانه رفتند. در این فضای بنبست که در واقع امکان مبارزه سیاسی نبود، پدر شما مخالف رفتارهای رادیکال بود. حالا می‌خواهم بپرسم چرا بعد از انقلاب همین مسیر را نرفتند؟ چرا همان نیروهایی که سال 45-46 مخالف مبارزه مسلحانه بودند و با هر نوع رادیکالیسم مخالفت می‌کردند، همین رویه را بعد از 57 در پیش نگرفتند و به سمت مبارزه رادیکال کشیده شدند؟ جواب: شاید یکی از تفاوت‌ها این بود که جمهوری اسلامی همه مخالفان را قلع و قمع می‌کرد و راهی برای مخالفت نگذاشت. حتی راه را برای مقاومت منفی بسته بود. ما وارد دوران ترور بزرگ شده بودیم. کاش امکان داشت و شما سوالتان را از خودشان می‌پرسیدید. اما آنچه که من می‌توانم شهادت دهم این است که با گذشت زمان بختیار و نهضت مقاومت ملی و پدرم متوجه شدند که مبارزه مسلحانه ممکن نیست. می‌دانید که نهضت شاخه نظامی داشت. در سالهای آغازین که مملکت داشت از دست می‌رفت و هنوز امیدی به بازگشت وضعیت وجود داشت، گروهی از افسران ارتش به دکتر بختیار پیغام دادند که ما در چند ماه آینده پاکسازی خواهیم شد و مملکت از بین می‌رود و چه بخواهید و چه نخواهید ما حرکت می‌کنیم. همان چیزی که به نام قیام نوژه معروف شد. آنها به بختیار پیام دادند. در واقع ماجرای نوژه با فشار افسران جوان ارتش که شیفته بختیار بودند و نیروهای طرفدار دموکراسی از جمله بعضی از اعضای حزب ایران ایجاد شد. تا آنجا که من به یاد دارم قیام نوژه در برنامه بختیار نبود. اما چون در جریان قضیه نبودم نمیتوانم با اطمینان در این مورد صحبت کنم. به هر حال در آن شرایط بین المللی که شوروی حمایت شدیدی از جمهوری اسلامی می‌کرد و امریکا درگیر مسئله گروگان‌هایش بود، شانس موفقیت قیام نوژه زیاد نبود. در نهایت هم حزب توده این موضوع را برملا ساخت. با گذشت زمان اما نهضت مقاومت ملی و رهبرش شاپور بختیار به مبارزات مدنی روی آوردند. اولین حرکت مدنی که به ابتکار نهضت مقاومت ملی شکل گرفت، تظاهرات ضد جنگ بود. آنها به همه دفاتری که داخل ایران فکس داشتند اعلامیه فرستادند که روز 27 اردیبهشت 64 در اعتراض به ادامه جنگ در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، علیرغم آن جو خفقان، هزاران نفر برای اعتراض به ادامه جنگ به دعوت بختیار به خیابان‌ها آمدند. بختیار و دوستانش مبارزه مسلحانه را به کل کنار گذاشتند و دنبال مبارزات مدنی رفتند. آنها زمانی ترور شدند که تمام سعی و کوشششان برای راه‌اندازی حرکات مدنی مسالمت‌آمیز بود. سوال: ولی بعد از انقلاب به همان مسیری که انتقاد می‌کردند رفتند؟ جواب: انقلاب اسلامی ایران را در موقعیت بی‌سابقه‌ای قرار داده بود. اصل ایرانیت ایران را زیر سوال برده و ملت را نفی کرده بود، امت را جایگزین آن کرده بود. این دشمن پیش از انقلاب نبود. شاه به قدرت خارجی وابسته بود. قانون اساسی را نقض می‌کرد ولی مملکت را از بین نمی‌برد. او نیز ایران را دوست داشت. خمینی و گماشتگانش ایران ستیز و در حال قتل عام مردم بودند. می‌خواستند مملکت را از بین ببرند که بردند. البته باز هم تأکید کنم که کاش ممکن بود و این سوالها را از خودشان می‌پرسیدید. من آن موقع دخالتی در تصمیم گیری‌ها نداشتم و متاسفانه درباره این مسائل خیلی صحبت نکردیم. چیزی که درباره قیام مسلحانه یادم هست این که از داخل ایران گروهی از ارتشی‌ها به بختیار فشار می‌آوردند. خودش وقتی از ایران خارج شد تا چند هفته و 1-2 ماه اول اصلاً چنین برنامه‌ای نداشت. نکته دیگری که باید به خاطر داشته باشیم درباره سیاست جبهه ملی مبنی بر صبر و انتظار در دوران حکومت پیشین است.
من مطمئن نیستم که بختیار با آن سیاست موافق بوده باشد. به خاطر دارم پدر و بختیار نقل می‌کردند که وقتی بختیار مسئول دانشجویان بود، شورای جبهه ملی و بزرگترهایی که خیلی محتاط بودند تصمیم گرفتند که هیچ کاری نشود. بختیار ضد آن تصمیم رأی داد، اما چون مسئول شاخه دانشجویان بود، او را فرستادند که تصمیم را به آنها ابلاغ کند. بختیار علیرغم مخالفتش، چون دیسیپلین حزبی داشت، رفت آن تصمیم را ابلاغ کرد و آنقدر جوانمردی داشت که نگوید من مخالفم ولی شورا رأی داد. در نظر دانشجویان مسئولیت آن تصمیم در نهایت گردن بختیار افتاد. کما اینکه چون فعالیت می‌کرد سالها در زندان بود. بختیار پس از کودتای 28 مرداد نزدیک به 7 سال را در زندان گذراند. پس خیلی موافق نبود که همه بنشینند و منتظر باشند. البته هیچ وقت طرفدار مبارزات چریکی هم نبود. سوال: پدر شما در دهه 40 و اوایل دهه 50 به جبهه ملی اروپا کمک مالی کرد. حتی گویا همه هزینه‌های چاپ نشریه راه مصدق را نیز به عهده داشت. از طرفی در داخل ایران یکی از بزرگترین پروژه‌های اقتصادی در اصفهان را در دست گرفت. بنیانگذاری شهرک شاهینشهر به همت او انجام شد. برومند چگونه می‌توانست مبارزه سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی را همزمان پیش ببرد؟ جواب: در واقع پدرم در مدیریت طرح شاهینشهر دخالت زیادی نداشت. برادران دیگر او که شرکایش بودند و این ملک متعلق به هر 6 تن آنها بود، بیشتر در پیشبرد این طرح فعال بودند. علاوه بر این، طرح شاهینشهر چند سال قبل از تشدید فعالیت‌های سیاسی به راه افتاد. فضای بسته سیاسی ایران همزمان با انتخاب کارتر و روی کار آمدن حکومت دموکرات‌ها در ایالات متحده آمریکا رو به باز شدن گذاشت. به طور کلی پدر علاقه‌ای به امور تجاری نداشت. سوال: به نظر می آید پدرتان گرایشات مذهبی هم داشتند؟ جواب: پدرم یک مسلمان عادی بود. مثلا در ماه رمضان آن روزهای قتل حضرت علی را روزه می گرفت، اما چون زخم معده داشت کل ماه را نمی توانست روزه بگیرد. یا در محرم شراب نمی خورد. بعد از انقلاب هنوز به دینش ایمان داشت ولی به یاد ندارم نماز بخواند یا روزه بگیرد. او همیشه دین را امر خصوصی تلقی می‌کرد و سخت به آزادی عقیده و مذهب اعتقاد داشت. سوال: دکتر برومند در خاطرات خود چندین بار انقلاب سال 57 را نتیجه استبداد پیشین دانسته است. او در جایی می‌گوید: هر کس هرچه می‌خواهد بگوید، اگر دیکتاتوری دوران آریا مهری نبود هرگز ما دچار فاجعه 22 بهمن 57 نمی‌شدیم و بنده چندین دفعه تا حالا گفتم شخصا نطفه فتنه خمینی ظهر 28 مرداد 1332 بسته شد. در جای دیگر تاکید می‌کند اگر همان جبهه ملی آزادی‌هایی داشت و می‌توانست به کار خودش ادامه بدهد، مملکت ما هرگز دچار این سرنوشت نمی‌شد. مشابه این سخنان را از شاپور بختیار نیز شنیده‌ایم. اهمیت این نگرش در آن است که خلاف تصور برخی از فعالان، برومند و دوستانش تمایلی به سلطنت پیشین نداشتند. اگر چنین است، چرا آنان در مقابل انقلاب 57 قرار گرفتند؟ نگران چه بودند؟ جواب: سؤال شما مبتنی بر یکی گرفتن دو مقوله کاملا مجزاست. شما انگار پادشاهی مشروطه با سلطنت تک حزبی آریا مهری را یکی می‌شمارید. در همه سالهایی که این دو مبارزه می‌کردند، حرفشان بازگشت به حکومت قانون و احزاب آزاد، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و عدم دخالت شاه در امور اداری کشور بود، بر اساس قانون اساسی کشور که طبق آن شاه سلطنت می‌کند و نه حکومت. حال بعد از 37 سال پادشاه سکان حکومت را به دست ملیون سپرد و حاضر شد کشور را ترک کند، شورای سلطنت را به جای خود بنشاند تا به احتمال زیاد زمینه جانشینی ولیعهد آماده شود، یا اگر واقعاً مردم به جمهوری متمایل بودند، گذاری مسالمت‌آمیز و قانونی از طریق انتخاب مجلس مؤسسان دیگری صورت پذیرد. شما بگویید چرا رهبران جبهه ملی خواسته ای را که در نامه خرداد ماه 1356 عنوان کرده بودند، ناگهان رها کردند و دنبال رو انقلاب اسلامی شدند. این جبهه ملی بود که تحت تأثیر جو انقلابی از آرمان‌های سیاسی خود برای آینده این نامعلوم چشم‌پوشی کرد، نه بختیار و برومند. سوال: آقای برومند در فرانسه چند بار با آیت الله خمینی دیدار کرد و ظاهراً هر بار ناامیدتر شد و در گزارشی که به جبهه ملی داد از قدرت گرفتن آیت الله خمینی ابراز نگرانی کرد. چرا برومند خلاف دیگر دوستانش در جبهه ملی به آیت الله خمینی اعتماد نکرد؟ جواب: جبهه ملی در آستانه انقلاب اسلامی به همه اصول اساسی خود پشت پا زد و عملاً
تبدیل به یک نیروی دیگری شد که خواستار جمهوری اسلامی و رهبرش آیت الله خمینی بود. پدرم در آن زمان عضو شورای رهبری جبهه ملی بود و از طرف جبهه به پاریس رفت که با آقای خمینی ملاقات کند و از او در مورد برنامه‌اش سوال کند. پاسخهای خمینی زنگ خطری بود که به رغم اصرار پدر و بختیار یاران جبهه ملی نشنیده گرفتند. اول اینکه وقتی پدر از طرف جبهه ملی تقاضای ملاقات با خمینی کرد، او در پاسخ گفته بود من جبهه نمی‌شناسم، شما را به عنوان خودتان میپذیرم. دیگر اینکه وقتی در مورد برنامه‌اش پرسیده بود، پاسخ خمینی این بود که هر وقت لازم شد برنامه‌ام را اعلان خواهم کرد. این دو نکته بسیار مهم بود. یکی اینکه خمینی کوچکترین مشروعیت تاریخی و سیاسی برای جبهه ملی و رهبرش مصدق قائل نبود. مشروعیت که هیچ، حتی موجودیتشان را نفی می‌کرد. دیگر اینکه او اصلاً خیال نداشت رهبری را با نیروی دیگری به اشتراک بگذارد. حتی آقایان را به عنوان مشاور هم قبول نداشت. از همان اول خمینی از جبهه ملی اطاعت محض خواست و بیعتی که آقای سنجابی بدون اجازه شورای جبهه ملی امضا کرد، شاهدی است بر درستی این ادعا. خمینی حتی زیر آن امضا هم نگذاشت. او تنها این بیعتنامه را پذیرفت. خب اگر قرار بود این آقایان از یک دیکتاتور اطاعت کنند که همان دهه 40 و 50 با شاه کنار می آمدند. سوال: پیشتر گفتید که بختیار دیسیپلین حزبی داشت، ولی می بینیم که سال 57 و در آستانه انقلاب با وجودی که جبهه ملی حاضر نشد پیشنهاد شاه برای نخست وزیری را بپذیرد، بختیار پذیرفت. البته قبل از او به دیگران هم پیشنهاد شده بود و نهایتاً آقای بختیار پذیرفت. سوال این است که چرا به تصمیم حزب تن نداد؟ نکته بعدی آن است که طوفان انقلاب رسیده بود و کل جامعه تحت تاثیرش بودند و به نظر نمی آمد امکان ایستادگی جلوی این موج بزرگ باشد. اما بختیار و پدر شما و دوستانشان راه سختی را در پیش گرفتند. سوال این است که آنها چه تصویری از شرایط داشتند که حاضر به مصالحه نشدند؟ جواب: چند موضوع را با هم مطرح کردید. البته بختیار اینها را توضیح داده است. شما اگر مصاحبه 37 روز پس از 37 سال را بخوانید، اینها را به دقت توضیح می‌دهد. اولا جبهه ملی حزب نبود و یک ائتلاف بود که بین اعضای آن میثاقی برای پیروی حزبی وجود نداشت. دوم اینکه نخست وزیری به چند نفر پیشنهاد شد. یکی دکتر سنجابی بود، او شرایطی گذاشت که شاه قبول نکرد. دیگری دکتر صدیقی بود که گفته بود شاه باید بماند وگرنه نخست وزیری را قبول نمی‌کند. بختیار هم زمانی نخست وزیری را قبول کرد که دکتر سنجابی بدون اجازه شورای جبهه ملی رفتند و زیر پای کاغذ را امضا کردند و با خمینی بیعت کردند. این کاغذ به طور کلی بدون اجازه و بدون هیچ گونه تصمیم گیری از طرف جبهه ملی ایران امضا شد. شما متن آن را حتما ببینید. در کتاب 37 روز پس از 37 سال هم آمده است. بعد از آن بختیار خیلی خشمگین شد و فکر کرد که نخست وزیری را باید قبول کند. شما اگر جمع سیاسیتان 1357 تعهدات خود را پایمال کند، دیگر وظیفه‌ای در مقابل آن ندارید. جبهه ملی در آستانه انقلاب اسلامی به همه اصول اساسی خود پشت پا زد و عملاً تبدیل به یک نیروی دیگری شد که خواستار جمهوری اسلامی و رهبرش آیت الله خمینی بود. این جبهه دیگر آن جبهه‌ای نبود که بختیار یکی از رهبرانش بود. استدلال بختیار این بود که ما 30 سال جنگیدیم که قانون اساسی محترم شمرده شود. شاه حکومت نکند و سلطنت کند و شاه هم بالاخره این را قبول کرد. ما نباید به ایدئال خودمان خیانت کنیم. اعتبار سیاسی که در این سالها با زجر و زندان و بدبختی کسب کردیم باید در شرایط خطرناک مورد استفاده قرار بگیرد. خودش این را میگوید من این اعتبارم را برای چه میخواهم ببرم توی قبر. البته همه مجذوب و مسحور خمینی بودند و برای بختیار امکان موفقیت نمیدیدند. اولا بختیار معتقد بود که امکان موفقیتش وجود داشت. اگر ارتش چند هفته مقاومت کرده بود و اعلام بی‌طرفی نمی‌کرد، ممکن بود این شانس به وجود آید. ولی استدلال او به طور کلی این بود که در کار سیاسی، به خصوص در شرایط بحرانی کشور، نباید فکر کنم که موفق می‌شوم یا نه، بلکه باید فکر کنم چه کاری درست است و آن را انجام بدهم. کار درست را باید انجام داد، حتی اگر محکوم به شکست باشد. سوال: بالاخره شاپور بختیار برای تشکیل دولت با محمد رضا شاه به توافق رسید و همین مسئله منجر به اخراج او از جبهه ملی شد. در آن زمان برومند نیز از بختیار حمایت کرده بود. آیا برومند از جبهه ملی کناره‌گیری کرد؟ جواب:
پدر در اعتراض به اخراج دکتر بختیار از عضویت در شورای جبهه ملی استعفا داد. بختیار بارها درباره تصمیمش و امکان پیروزیش سخن گفت و پدرم نیز با او 100% موافق بود. اینکه میگفتند او هیچ شانسی نداشت، در واقع یک نوع سفسطه است. چون اگر از بازرگان گرفته تا همه نیروهای ملی و دموکراتیک بر اصولی که بدان معتقد بودند پایبند می‌ماندند، بختیار یا هر کس دیگری شانس موفقیت داشت. تاریخ به حقانیت بختیار شهادت داد. کافی است که به نوشته‌های شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در 20مین یا 30مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی نگاه کنید. اکثریت قریب به اتفاق آنها از مخالفتشان با بختیار ابراز ندامت می‌کنند. سوال: البته اگر شاه از این بحران عبور می‌کرد، مشخص نبود که دوباره به قانون مشروطه تن دهد. جواب: این حرف شما درست است. اینجا باید یک شهادت تاریخی بدهم. درست سال قبل از انقلاب به عنوان دانشجو رفتم و با همه این آقایان مصاحبه کردم. هنوز آن موقع خمینی مطرح نبود، ولی فضای سیاسی باز شده بود. با آقای فروهر و آقای سنجابی و با دکتر بختیار مصاحبه کردم. با اینکه من جوان بودم، بختیار با من قرار گذاشت. ناهار خوردیم و به سوالات من با احترام پاسخ داد. او به من گفت که این روزها فضای سیاسی باز شده که خوب است، ولی ما باید اینها را نهادینه کنیم که اگر اعلیحضرت فردا تصمیمش عوض شد، نتواند این آزادی‌ها را بگیرد. سخنش این بود که اینها را باید نهادینه کرد و برای همین هم به محض اینکه نخست وزیر شد، گفت احزابتان را تشکیل دهید، سندیکاها را تشکیل دهید، زندانیان را آزاد کرد. فکر می‌کرد وقتی این نیروها متشکل شوند و ریشه پیدا کنند و با بخشی از جامعه ارتباط برقرار کنند و نمایندگی آنها را بکنند، برگرداندن این اوضاع مشکل‌تر خواهد شد. تمام هدفش این بود که از این فرصت تاریخی در این راه استفاده کند. فکر می‌کنم متاسفانه دموکراسی در اذهان عمومی ریشه‌ای نداشت و هدف هیچ کس هم نبود. تعداد کسانی که هوادار حقوق بشر بودند خیلی کم بود. من یادم هست که در بین جوانان شبها دست بالا را داشتند. آنها می‌گفتند شما بورژوا و ضد انقلاب و عامل امپریالیسم هستید و از این حرف‌های لنینیستی زیاد بود. اکثر دوستان ما کمونیست بودند و ما 3-4 نفر بودیم که طرفدار حقوق بشر بودیم. آن موقع ذهنیت حاکم در جامعه چنین بود. بختیار یکی از نادر افرادی بود که دموکراسی را می‌شناخت و به آن اعتقاد داشت. بقیه نمی‌شناختند، نه آنقدر به آن پایبند بودند. فضای ضد آمریکایی و ضد امپریالیسم و تبلیغات شوروی و توده‌ای‌ها جو انقلابی ایجاد و همه را مجذوب کرده بود. سوال: موافقم که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی درگیر در انقلاب مسئله‌شان دموکراسی نبود. می‌خواستم درباره نهضت مقاومت ملی بحث کوتاهی بکنید. اشاراتی کردید که نهضت در ابتدا مسیری را رفت و بعد تغییر کرد. نهضت مقاومت ملی چند سال فعالیت کرد. آیا در این فعالیت‌هایش بختیار همیشه دبیر کل بود؟ پدر شما نقشش چه بود؟ جواب: نهضت مقاومت ملی سال 1359 تشکیل شد. محل تأسیس هم در منزل پدرم در پاریس بود که دکتر بختیار در آنجا زندگی می‌کرد. من و رویا از اولین دانشجوهایی بودیم که به نهضت مقاومت پیوستیم. بختیار رهبر نهضت بود و این نهاد یک هیئت اجراییه داشت که پدرم چند بار رئیس هیئت اجراییه شد. موقع ترور رئیس هیئت اجراییه بود. بخشی از فعالیت‌های نهضت مقاومت فعالیت‌های حقوق بشری بود. برای نمونه همان موقع گزارشی به شکل یک کتاب از اعدامی‌های حکومت جدید تحت عنوان ایران دفاعیه برای حقوق بشر که به 2 زبان انگلیسی و فرانسه چاپ و منتشر شد. احزاب مختلف به شدت سرکوب و بسیاری از اعضای آنها هم کشته شده بودند. یکی از مسائل ناراحت کننده این بود که بسیاری از اعضای جان به در برده این احزاب و سازمان‌ها به پاریس آمده بودند، اما باز درباره اعدام دیگران سکوت می‌کردند و دادخواهیشان فقط برای همحزبی‌های خودشان بود. هنوز نفهمیده بودند اگر ماشینی را که می‌کشد تقویت کنند تا دشمن را بکشد، فردا هم خودتان قربانی آن خواهید شد. ما ایران دفاعیه برای حقوق بشر را دقیقاً در پاسخ به این منش و برای تأکید بر جهان شمولی حقوق بشر منتشر کردیم. در این گزارش فهرست تعداد زیادی از اعدامیان به صورت نمادین و ناکامل منتشر شده بود. از بهایی، مجاهد، فدایی، پیکاری در آن بودند تا تیمسار نصیری و سران حکومت پیشین و حتی کسانی که برای اتهاماتی مثل قاچاق یا لواط اعدام شده بودند. آن روزها ما آماج تهاجم همه جریان‌ها
از اشرف پهلوی گرفته تا مجاهدین و فداییان بودیم. این مسئله برای همه آنها تعجب آور بود. هیچ کدام از احزاب سیاسی نه توجهی به قربانیان عادی نظام قضایی انقلاب داشتند و نه توجهی به کسانی مثل بهائی‌ها یا اعضا و سران حکومت قبل و نه حتی اعضای احزاب دیگر. آنها فقط یاران خودشان را حمایت می‌کردند و تعجب می‌کردند که نهضت مقاومت ملی چنین گزارشی منتشر کرد و از حقوق دیگران نیز دفاع کرده است. استدلال ما این بود که حقوق بشر جهان شمول است و برای همه باید باشد. معتقد بودیم که باید برای رعایت حقوق دشمنانتان هم تلاش کنید. واقعیت این است که تا زمان سقوط شوروی، جریان‌ها و نخبگان سیاسی ما که تحت نفوذ ایدئولوژی چپ بودند این موضوع را نفهمیدند. بعدها مثل اینکه دین عوض می‌کنی همه شدند طرفدار حقوق بشر. آن موقع ما تنها بودیم. نهضت در سطح سازمان ملل و یا در ارتباط با نهادهای دیگر بین المللی نیز فعالیت داشت و در مورد وضعیت ایران اطلاع رسانی می‌کرد. تماس با داخل ایران و طرح مسئله دموکراسی با مردم از طریق رسانه‌ها از دیگر فعالیت‌های نهضت بود. سوال: گویا یک نشریه هم داشتید؟ جواب: بله، قیام ایران بود که به سردبیری آقای پزشکزاد و ماهنامه نهضت که در نهایت این نهضت در قیام ایران ادغام شد. سالها فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی را در آنجا منعکس می‌کردند. بعد از اینکه مسئله مبارزات نظامی منتفی شد و شاخه نظامی نهضت مقاومت ملی منحل گردید، تمرکز آنها روی مقاومت مدنی مسالمت‌آمیز رفت و این نشریات کارکرد مهمتری پیدا کردند. از سال 1364 نهضت مقاومت ملی به حرکت‌های مدنی مسالمت‌آمیز روی آورد. سوال: وقتی که سرکوب شروع شد و همه احزاب و گروه‌های مخالف به اروپا رفتند، آیا هیچ کدام از این جریان‌ها به نهضت مقاومت پیوست؟ جواب: شخصیت‌هایی که می آمدند مثل شخصیت‌هایی که از نظر فکری نزدیک بودند، مثل آقای نزیه یا آقای مدنی که با دکتر بختیار روابط دوستانه‌ای داشتند. دکتر بختیار بدون هیچ چشم داشته سیاسی به همه آنها کمک می‌کرد. همیشه می‌گفت مخالف‌های دموکرات جمهوری اسلامی نباید در شرایط سختی قرار بگیرند. او به خیلی‌ها کمک کرد. به خیلی از دانشجوها کمک کرد تا درسشان را تمام کنند و زندگیشان را بسازند، ولی او هرگز در ازای کمکش درخواست همکاری سیاسی از کسی نکرد. سوال: منظورتان کمک مالی است؟ جواب: بله، کمک مالی، برای اینکه در مقابل جمهوری اسلامی نشکنند. اما آنها هر کدام در فکر این بودند که خودشان کاری بکنند، با اینکه روابط دوستانه داشتند اما به نهضت مقاومت نپیوستند. آقای بنی صدر هم که به مجاهدین پیوست و بین نهضت مقاومت ملی و آنها تقابل شدیدی بود. بعدها که حقانیت بختیار برملا شد، هم بخشی از فدایی‌ها و هم حزب دموکرات کردستان به خصوص قاسملو تماس گرفتند و زمینه ائتلاف داشت آماده می‌شد. بختیار هم خیلی از آن استقبال کرد. یادم هست وقتی که بعد از خط پدرم با برادرم به دیدن بختیار رفتیم، او راجع به قاسملو صحبت کرد و به او گفتم نرو و به اینها اطمینان نکن. به هر حال در آن زمان مذاکراتی شروع شده بود. بعد از ترور پدرم و بختیار، من و برادرم به شورای نهضت مقاومت ملی پیوستیم و همه سعی می‌کردند که این ارتباطات را ادامه بدهند و سعی کنند که ائتلافی به وجود آید، اما نشد. متاسفانه جمهوری اسلامی در از بین بردن اپوزیسیون سیاسی خود موفق شده بود. سوال: نهضت مقاومت بعد از پدر شما و بختیار چه مدتی کار کرد؟ جواب: مدتی کار کرد. ما بنیاد عبدالرحمن برومند را درست کردیم و بیرون آمدیم. برادرم هم بعدها بیرون آمد. امروز ممکن است برخی ادعا کنند که در نهضت مقاومت ملی فعالیت می‌کنند، اما به نظر من دیگر آن تشکل سیاسی وجود خارجی ندارد. سوال: بعد از مرگ آیت الله خمینی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تصوری در غرب به وجود آمد که گروه‌های میانه‌رو در ایران به قدرت رسیدند. در همان دوره اشخاص اثرگذاری را در خارج از کشور کشتند، اما به نظر می آمد اروپایی‌ها خیلی جدی نگرفتند. تحلیل شما چیست؟ جواب: در مورد پدرم و دکتر بختیار و سروش کتیبه و سیروس الهی که چند ماه قبل از پدرم کشته شدند، تردیدی نیست که جمهوری اسلامی با نزدیکی به دولت فرانسه و حل مسئله مالی مربوط به سرمایه‌گذاری شاه در قراردادهای اتمی در فرانسه به دنبال گرفتن امتیاز بود. از طرفی فرانسوی‌ها در لبنان گروگان داشتند و بعد از قتل بختیار گروگان‌ها آزاد شدند.
احتمالاً مراودات و سازش‌هایی بین این دو کشور وجود داشت. من یادم هست نهضت مقاومت ملی هر سال سالگرد انقلاب مشروطه را در پاریس جشن می‌گرفت، اما سازمان اطلاعات فرانسه در 1-2 سال آخر اجازه تشکیل جلسه را نمی‌داد. به این صورت که ما می‌رفتیم سالن می‌گرفتیم، بعد از چند ساعت صاحب سالن زنگ می‌زد و می‌گفت من نمی‌توانم سالن را به شما اجاره بدهم. ممکن است قراری با جمهوری اسلامی ایران گذاشته بودند که مانع فعالیت‌های سیاسی دکتر بختیار شوند. من یادم هست که قبل از ترور بختیار در همون ملاقات آخری که با ایشان داشتیم گفتند که من از اینجا میروم و اینجا دیگر جای ماندن برای من نیست. میگفت آمریکا که نمیخواهم بروم، پس شاید کانادا بروم. آن روزها هر گونه فعالیت سیاسی در فرانسه برایش دشوار شده بود. من فکر میکنم تا حد زیادی ممکن است که با شانتاژ و ارعاب از طریق گروگانگیری‌های لبنان و با چشمانداز روابط تجاری حکومت اسلامی سعی داشت دولت‌های اروپایی را آرام کند و بگوید که این ترورها برای حل مسائل داخلی ماست و بگذارید تصفیه کنیم تا در مقابل گروگانها را آزاد کنیم و دول غربی تا حدی کنار آمدند. یادم می‌آید که BBC انگلیسی سال بعد از قتل دکتر بختیار برنامه مفصلی داشت و با ما هم مصاحبه کردند. آنها خواسته بودند با کسی از وزارت خارجه فرانسه هم مصاحبه کنند. وزارت خارجه فرانسه مصاحبه نکرد، ولی یک استاد علوم سیاسی را به آنها معرفی کرد و گفت او می‌تواند حرف بزند که او به BBC گفت که کشتن بختیار تروریسم نیست، اعدام است. از آنجا که او را وزارت خارجه فرانسه معرفی کرده بود، از نظر من موضع او بیان کننده موضوع ناگفته حکومت فرانسه بود که این مسئله را داخلی تلقی کرد، به رغم اینکه در خاک فرانسه اتفاق افتاده بود و اعدام را از عملیات تروریستی تفکیک می‌کرد. سوال: شما کی خبر قتل پدرتان را شنیدید؟ ماجرا چطور اتفاق افتاد؟ جواب: آن روز پدرم از ملاقات با دکتر بختیار برگشته بود. برادر کوچکترم برای ناهار در خانه منتظرش بود. پدر ماشین را پارک کرد، داخل ساختمان رفت. برادرم در آشپزخانه منتظر بود که می‌بیند پدرم بالا نیامد. آنها جلوی آسانسور پدرم را زدند. چند دقیقه بعد همسایه‌ها دیده بودند و برادرم را صدا کردند و او به من زنگ زد. من در خانه خودم بودم. برادرم گفت که بابا را زدند. من هم سراسیم خودم را رساندم. وقتی رسیدم پدرم هنوز روی زمین جلوی آسانسور بود. پلیس رسیده بود. نگذاشتند که من بالای سرش بروم. دکتری که بالای سرش بود آمد و به من گفت که تمام شد. سوال: هیچ وقت دادگاهی با حضور متهمی تشکیل شد؟ جواب: نه. البته پرونده فوراً تشکیل شد. نکته ای درباره تاریخ این قتل هم وجود داشت. چند ماه قبل از آن در ماه اکتبر سیروس الهی را کشتند. آقای الهی با آقای گنجی کار می‌کرد و از گروه درفش کاویانی و سلطنت طلب بود. او را 23 اکتبر زدند. پدرم را هم 18 آوریل کشتند. این دو تاریخ 2 عملیات تروریستی در لبنان است. 23 اکتبر وقتی است که سربازهای فرانسوی و آمریکایی را کشتند و 18 آوریل سفارت آمریکا را در بیروت منفجر کرده بودند. اینها به صورت سمبولیک حتی تاریخ‌هایشان را هم با دقت انتخاب کردند. مقامات فرانسوی در همان لحظه پخش خبر پرونده قتل را به بریگاد ضد تروریستی پلیس جنایی فرانسه محول کردند. تحقیقات که انجام شد در همان بخش بود. ما شکایت کردیم، هنوز هم پرونده در جریان است و بعد از 27 سال پرونده بازمانده است. ما نخواهیم گذاشت که این پرونده بسته شود، به این امید که اگر اوضاع تغییر کرد دوباره پیگیری شود. نکته دیگر در مورد این قتل وجود دارد که این است که وقتی دادستان ادعانامه خودش را در دادگاه بختیار مطرح کرد، به مورد قتل پدرم و قتل سیروس الهی و چند پرونده دیگر نیز اشاره کرد و گفت که این قتل‌ها بخشی از روند حکومت اسلامی برای حذف مخالفانش در خارج از کشور است. سوال: هیچ کس به عنوان متهم دستگیر نشد؟ نه، هیچ چیزی پیدا نشد. سوال: همسایه‌ها چیزی ندیده بودند؟ نه، ندیده بودند. سوال: می‌دانید که قبل از این حوادث انیس نقاش به بختیار سوء قصد کرده بود و انتظار اقدام جدید درباره او وجود داشت؟ جواب: چون انیس نقاش آزاد شد، اینها به ترور ادامه دادند. میتران انیس نقاش را عفو کرد چون آزادی او از جمله خواسته‌های جمهوری اسلامی برای حل مسئله گروگانها بود. انیس نقاش به حبس ابد محکوم بود. اقدام او به مرگ یک شهروند و یک پلیس فرانسوی منجر شده بود، اما بعد از 10 سال بخشیده شد. میتران او را در ماه ژوئیه سال 1990 عفو کرد و در اکتبر همان سال سیروس الهی را کشتند. آوریل سال بعد پدرم را کشتند. مرداد ماه همان سال هم دکتر بختیار و سروش کتیبه را کشتند. سوال:
بالاخره کسانی برای قتل بختیار دستگیر شدند. از آنها هیچ وقت درباره پدر شما بازجویی نشد؟ جواب: چرا بازجویی شدند ولی آنها چیزی نگفتند. می‌دانید که آنها خوشبختانه با زور و شکنجه از کسی اعتراف نمی‌گیرند. به علاوه بعید است جمهوری اسلامی از همان تیم عملیاتی برای دو ترور استفاده کرده باشد. سوال: آنها هم بالاخره آزاد شدند؟ بله. سوال: آیا هیچ وقت تلاش کردید به نهادی غیر از نهاد قضایی فرانسه مثل سازمان ملل شکایت کنید؟ جواب: سازمان ملل صلاحیت بررسی چنین موضوعی را ندارد. البته به پرونده پدرم در کنار پرونده‌های مشابه دیگر در گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره شده بود. سوال: تحلیل خودتان از چرایی ترور پدرتان چه بود؟ جواب: راستش وقتی پدر را زدند و دکتر بختیار زنده بود، من این سوال را از خودم می‌پرسیدم که چرا چنین شده است. ما همان موقع فکر می‌کردیم با پلیسی که در خانه دکتر بختیار هست امکان ندارد کسی او را از بین ببرد. در نتیجه سوال ما هم این بود که چرا پدر را زدند. اما وقتی بختیار را هم زدند، آن وقت معلوم شد که چرا پدر مرا هم کشتند. تنها شخصیتی که سابقه تاریخی و اعتبار آن را داشت که بتواند جایگزین دکتر بختیار شود پدرم بود و در نتیجه با آن ترورها جلوی حرکت نهضت مقاومت ملی را گرفتند. سوال: پدر شما هیچ وقت محافظ نداشتند؟ جواب: پلیس مدتها قبل به پدرم گفت که در خطر است و نیاز به محافظ دارد. او اجازه حمل اسلحه هم داشت، ولی پدرم اهل این کارها نبود و اسلحه‌اش همیشه در خانه می‌ماند. حتی جلیقه ضد گلوله هم داشت. پدرم همیشه میگفت آدم یا باید زندگی مخفی کند یا زندگی عادی داشته باشد تا هرچه پیش آمد. پدرم تصمیم گرفته بود زندگی عادی داشته باشد. نمیخواست مخفی شود و این ریسک را پذیرفته بود. وقتی خمینی مرد، همه اظهار خوشحالی می‌کردند. پدر من گفت حالا رفسنجانی و دیگران با غرب می‌سازند و این برای اپوزیسیون خیلی بد می‌شود. دقیقاً همان چیزی را که پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد. ولی در آن روزها منتظر این حادثه نبود. من فکر می‌کنم اگر بختیار و پدرم به اتفاقاتی که از مدتی قبل افتاده بود دقت می‌کردند، به قتل قاسملو، دکتر الهی، قتل برادر رجوی، یک سری قتل‌ها که درست قبل از این اتفاق افتاده بود، متوجه می‌شدند که چنین برنامه‌ای وجود دارد. اما آنها متوجه نبودند. سوال: شما هنوز در حال دادخواهی هستید؟ البته خواست دادرسی عادلانه همچنان هست، اما مسئله دادخواهی چیزی است فراتر از آن. دادخواهی در نهایت ساختار سرکوب را مورد هدف قرار می‌دهد. آیا تأسیس بنیاد برومند را هم در مسیر دادخواهی می‌دانید؟ جواب: همه می‌دانیم چرا کشتار و قتل نادرست است. می‌دانیم چرا هم از نظر انسانی و هم حتی در یک فرآیند سیاسی کار درستی نیست. اما وقتی به صورت فردی با این فاجعه مواجه می‌شویم و تجربه پیدا می‌کنیم، این شناخت وجوهی پیدا می‌کند که پیش از آن با آن بیگانه بودیم. دیگر فقط ذهنتان نیست که شناخت دارد، بلکه با تمام وجود و روحتان با واقعیت جنایت روبرو می‌شوید. قبل از این اتفاق من شخصاً نوعی شرمندگی گریبان گیرم بود که این همه جنایت هست و ما نمی‌توانیم هیچ کاری بکنیم. اما این بار این شرمندگی به یک نوع آلودگی تبدیل می‌شود که سرتاسر وجود شما را فرا می‌گیرد. آن جنایت شما را آلوده می‌کند و احساس می‌کنید با شر هم نشین شده اید. وقتی که پدر کسی یا یکی از نزدیکانش را ظالمانه می‌کشند، در فقدان مرجع دادرسی عادلانه، مسئولیت عدالت به شانه نزدیکان و بازماندگان می‌افتد. در چنین وضعیتی شروع می‌کنید به فکر کردن که چه باید کرد. در مورد ما دولت فرانسه در واقع به نوعی در این جنایت مباشرت داشت. در خود ایران هم که ما نمی‌توانیم دادخواهی کنیم. پس چه کار می‌توانستیم بکنیم؟ بعد فکر می‌کنیم چرا این آدم را کشتند. پدرم وقتی که خمینی در تبعید بود، خمس و زکاتش را به او میداد. در نتیجه اگر می‌خواست می‌توانست به خمینی نزدیک شود و راه دیگری برود. در حالی که همه چیزش را از دست داد. پس او به خاطر افکار و ایدئال‌هایش کشته شد. خمینی نه با پدرم نه با بختیار دشمنی شخصی نداشت. دشمنی‌ها بر سر عقایدشان بود. در نتیجه هدف اصلی از کشتن دو آدم مسن بدون هیچ قدرتی در چند هزار کیلومتر دورتر کشتن افکارشان بود. پس اگر ما بخواهیم پادزهری در رابطه با این شر پیدا کنیم، تأکید و زنده نگه داشتن این افکار است. اگر بخواهیم این مرگ را خنثی کنیم، باید خاطره را حفظ کنیم و یاد آنها را حفظ کنیم. یاد آنها در ایدئال‌هایی است که برای آن از بین رفتند. این طور بود که بنیاد عبدالرحمن برومند با طرح اصلیش یادبود امید را تأسیس کردیم. یادبودی تا خاطره و داستان هر ایرانی و خارجی که جمهوری اسلامی زندگیشان را گرفته است حفظ کنیم.
ظلمی را که به آنها شده تصدیق کنیم و صدای دادخواهی خود و دیگر قربانیان را به ایرانیان و جهانیان برسانیم. به عنوان بخشی از جامعه مدنی به قربانیان دیگر بگوییم که شما در این راه تنها نیستید. ایرانی‌هایی هستند که در فقدان دادرسی قضایی ظلمی را که به شما رفته تصدیق می‌کنند، مستند می‌کنند. این امکان را فراهم می‌کنند که سرگذشت عزیزتان را نقل کنید تا در روایت قاتلان تنها روایت از این ظلم نباشد و صدای مظلومان نیز در تاریخ طنین اندازد. به این عدالت تاریخی می‌گویند، نوعی از عدالت مدنی که وقتی عدالت قضایی وجود ندارد جایگزین آن می‌شود. البته هدف ما این است که این مجموعه یادبود هرچه بیشتر کامل شود و حتی روزی مرجعی برای عدالت دوران گذار باشد. کمیته‌های حقیقت‌یاب که در کشورهای دیگر شکل گرفتند و نتیجه نسبتاً مثبتی هم داشتند، نیاز به چنین مرجعی را نشان دادند. ما فکر کردیم که اگر قرار است برای پدرمان عدالت بخواهیم، این ممکن نیست مگر اینکه برای همه قربانیان عدالت بخواهیم. این کار خیلی عظیمی است که تنها یک نهاد بزرگ دولتی از عهده آن میتواند برآید، ولی ما به صورت نمادین این کار را پیش میبریم. ترور دکتر کسری وفاداری. کسری وفاداری متولد 9 فروردین 1325 پژوهشگر فرهنگ و تاریخ، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی بود. وی تحصیلات فراوانی در موضوعات تاریخی، آموزشی، حقوقی و ادبی داشت. او علاوه بر پژوهش پیرامون تاریخ و مزدی اسنا، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی بسیاری در داخل و خارج از ایران انجام داده بود. کسری وفاداری تحصیلات ابتدایی خود را در تهران گذراند. سپس در سال 1335 به خواست و تصمیم پدر و مادرش برای ادامه تحصیل از ایران خارج شد و به نزد عمویش شاهرخ وفاداری در انگلستان رفت. در آنجا افزون بر انگلیسی، زبانهای فرانسوی، آلمانی و اسپرانتو را نیز آموخت. در سال 1348 خورشیدی مدارک کارشناسی ادبیات انگلیسی و تاریخ اروپایی را از دانشگاه بوستون ایالات ماساچوست آمریکا گرفت. سپس مدرک کارشناسی تمدن معاصر انگلیس و آمریکا را از دانشگاه سوربن پاریس دریافت کرد. او دوره کارشناسی ارشد آموزش و پرورش در دانشگاه تربیتی دوبلین ایرلند را با پایان نامه آموزش مارکسیسم و دوره کارشناسی ارشد آموزش مدرن در دانشگاه سامرهیل را با پایان نامه آموزش و پرورش و تمدن معاصر انگلیس و آمریکا گذراند. کسری وفاداری دکترای آموزش و پرورش را با پایان نامه مقایسه برنامه آموزشی دبیرستان‌های دولتی انگلیس و فرانسه دریافت کرد. پس از آن به پژوهش در دوره دکترای تاریخ و حقوق با طرح پژوهشی ریشه‌های حقوقی و فرهنگ ایران باستان و سلوک الملوک در رساله آخرین مجتهد سنی شیخ فضلالله روزبهان خنجی اصفهانی در دانشگاه پاریس پرداخت. دکتر کسری وفاداری پنجشنبه شب 17 ماه می 2005 با ضربات متعدد کارد به قتل رسید. 1 سال پس از قتل دکتر کسری وفاداری مشخص شد که مهدی شادی تروریست اعزامی رژیم جمهوری اسلامی او را به قتل رساند. دکتر کسری وفاداری که جهت معالجه بیماری قلب به پاریس رفته بود، 1 روز پیش از بازگشت به ایران در خانه خود واقع در خیابان ریپابلیک منطقه 11 پاریس ترور شد. پلیس فرانسه در روز حادثه هیچ انگیزه‌ای را در قتل وی منتفی ندانست. اما 1 ماه بعد با همکاری پلیس هلند و اطلاعاتی که به دست آورد موفق شد قاتل او را در حومه آمستردام دستگیر و به زندان سانته پاریس انتقال دهد. قاتل قبل از دستگیری در مخفیگاه خود در حومه آمستردام موفق شده بود اطلاعاتی را که در کامپیوتر ذخیره کرده بود از بین ببرد. با این حال پلیس به اطلاعات غیرقابل انکاری دست یافت که هر گونه شک و تردیدی را در اینکه او فرستاده ویژه حکومت ایران برای به قتل رساندن دکتر کسری وفاداری است منتفی کرد. او اتومبیلی را که برای انجام عملیات از خانواده وفاداری خریداری کرده بود در گاراژ منزلی در آمستردام مخفی کرده بود.
پلیس دو کشور فرانسه و هلند بعد از گذشت سالها از دادن اطلاعات در مورد ترور دکتر وفاداری توسط رژیم جمهوری اسلامی به خانواده و روزنامه‌نگاران خودداری می‌کنند. یکی از اعضای خانواده وفاداری که به رفتار مهدی شادی و تردد او در خانه مشکوک شده بود، در بازرسی مخفیانه از کیف دستی او موفق به شناسایی هویت واقعی شاهین شد. گرچه دکتر وفاداری اهمیت چندانی به اطلاعات به دست آمده نمیداد، اما پلیس بین الملل با این اطلاعات به محل اختفای تروریست متواری دسترسی پیدا کرد. او را در اردیبهشت ماه سال 1384 دستگیر کرد. مهدی شادی کماله با نام جعلی شاهین 42 ساله از اعضای سپاه پاسداران تهران بود که 1 سال در جبهه‌های جنگ در جنوب ایران حضور داشت. بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط پلیس، مهدی شادی کماله یکی از 4000 نیروی نظامی اعزام شده جمهوری اسلامی به بوسنی هرزگوین بود. البته 2 سال پیش از این جنایت، زنی به نام مریم سین نون در پاریس خود را به دکتر وفاداری نزدیک و تحت این پوشش که با همسرش شاهین جهت تحصیل در رشته پزشکی به فرانسه آمده اند و نیاز به کمک او دارند، امکان نفوذ مهدی شادی را در خانواده وفاداری فراهم کرد. دکتر وفاداری امکاناتی از جمله محل سکونتی را در اختیار آنها قرار داد. مریم سینون، همسر شاهین، مدتی بعد به بهانه اختلاف با او ظاهراً فرانسه را به قصد کانادا ترک کرد. اما شاهین رابطه خود را روز به روز با خانواده وفاداری نزدیک‌تر کرد و اطلاعات مربوط به ارتباطات دکتر وفاداری با شخصیت‌های مخالف حکومت ایران در خارج از کشور را جمع‌آوری می‌کرد. دکتر وفاداری پیش از آن 2 بار در وزارت اطلاعات تهران مورد بازجویی قرار گرفته بود و در یک نوبت تهدید به مرگ شده بود. مقامات قضایی فرانسه 3 سال بعد در دیماه سال 1387 مهدی شادی کماله را به قتل محکوم و 14 سال زندان برای او در نظر گرفتند، اما هرگز اطلاعاتی را در مورد پرونده مهدی شادی کماله علنی نکردند. اما آنچه که آشکار شد، نقش سفارت ایران در پاریس در صدور گذرنامه جعلی برای مهدی داخل پرانتز شاهین شادی کماله بود. کارن وفاداری، برادر زنده‌یاد کسری وفاداری، گفت با وجود این اعلام حکم، مجرم به جرم خود اعتراف نکرد. چند سال قبل سمیناری در لندن تشکیل شد. دکتر وفاداری از شرکت کنندگان در این سمینار بود. هنگام ورود به سالن سمینار، شخصی به سمت او رفت و گفت صحبتی با شما دارم. او را به کناری کشید. چند تن او را محاصره کرده از محل خارج کردند. تا پایان مدت سمینار نگاهش داشتند و به او اخطار دادند اگر بار دیگر در این گونه سمینارها شرکت کنند، به اخطاری ساده از این نوع اکتفا نخواهند کرد. دکتر کسری وفاداری 60 ساله، رئیس انجمن زرتشتیان مقیم فرانسه، مردی بسیار وفادار به ایران و فرهنگ ایرانی بود. او ضمن احترام به همه ادیان و عقاید با صراحت لهجه خاص خود علیه تعصب ورزی و عقاید ارتجاعی بنیادگرایان اسلامی سخن می‌گفت. برای آشنایی جوانان و نوجوانان ایرانی با فرهنگ و تاریخ ایران به نحوی خستگی ناپذیر می‌کوشید. منزل او محل آشنایی بسیاری از جوانان ایرانی با فرهنگ و تاریخ و سنن ایران بود. در سال 1375 پس از سالها دوری از ایران، جهت برگزاری 6مین کنگره زرتشتیان به ایران بازگشت. خانه بزرگ قدیمی را در شهر یزد خریداری و به مرکز فرهنگی و کتابخانه تبدیل کرد. با انتشار کتاب در راه شناخت دین زرتشت و تقویم سالیانه به تبلیغ و اشاعه دین زرتشت پرداخت. او که علاقه فراوانی به نسل جوان ایرانی داشت، با برخورداری از امکانات خوب مالی، تعدادی از آنان را حمایت و روانه دانشگاه‌های فرانسه کرد. دکتر وفاداری 1 شب پیش از ترک ایران به بهانه جراحی قلب بیش از 300 تن از جوانان را به یک مهمانی در تهران دعوت و تا سپید دم به شادی و پایکوبی پرداخت که این نکته نیز از نظر ماموران رژیم مخفی نماند. وی نامزد ریاست انجمن زرتشتیان ایران شد و اکثریت بزرگی نیز به او رأی دادند، اما رژیم مانع از ریاست او شد. قتل موبد آرش کسروی. آرش کسروی در سال 1346 خورشیدی در کرمان زاده شد. او فرزند مهربانو کاویانی و داریوش کسروی بود. همسر وی گیتا نیکزاد و فرزندانشان آراد و دینا هستند. او از چند سال پیش با خانواده به کالیفرنیا کوچ کرده بود
و در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا به خویشکاری موبدی و برگزاری آیین‌های دینی می‌پرداخت. پس از درگذشت پدرش داریوش کسروی برای مسائل انحصار وراثت به ایران سفر کرد. مدتی پیش از سفرش به ایران توسط افرادی ناشناس تهدید شده بود تا جایی که برای سفر به ایران و در زمان اقامتش در کرمان یک محافظ شخصی استخدام کرده بود که متاسفانه این محافظ نیز به همراه موبد کسروی و خانم مسلمان که کارهای نظافت منزل را انجام میداد در روز 2 مرداد سال 1399 در کرمان به قتل رسیدند و جسد آنها 3 روز بعد در ماهان کشف شد. پیش از پرداختن به باقی ماجرا همینجا این پرسش پیش می آید که چطور با وجود محافظ شخصی باز هم قاتلین توانستند بدون مشکل آنها را به قتل برسانند؟ آیا قاتلین در لباس مأمور آنها را وادار به همراهی نمودند یا اینکه قاتلین خود اراذل و اوباش بسیج و سپاه بودند که زمین‌های این خانواده را با زور تصاحب کردند؟ در گفتگوی وبسایت خبری امرداد با یکی از بستگان کسروی، این فرد مدعی شد که در نخستین روزهای مرداد ماه 1399 خورشیدی پس از 2 روز بیخبری از موبد و همراهانش، پنجشنبه 2 مرداد با ورود به خانه آرش کسروی در شهر کرمان با وسایل برقی روشن روبرو شدیم، در حالی که اثری از آنان نبود و دوربین‌های مداربسته نیز شکسته و دزدیده شده بودند. پس از در جریان گذاشتن پلیس آگاهی و بررسی شواهد، احتمال آدمربایی تقویت شد. بازپرس آگاهی از روی شواهد به دست آمده در موقعیت، زمان ناپدید شدن را 2 روز پیش گزارش کرد. این فرد از چگونگی پیدا شدن پیکرهای مقتولان چنین گفت: همسایگان ویلایی در شهر ماهان از استشمام بوی تعفن در آن منطقه به پلیس آگاهی گزارش می‌دهند و در پی رسیدگی به این گزارش پیکرهای بیجان آنان جمعه شب در ویلا پیدا شد. بامداد شنبه 4 مرداد ماه 1399 خورشیدی پیکر مقتولان از سوی بستگان آنان شناسایی شدند. همچنین بستگان زن خدمتکار مشاهده ضربات چاقو بر پیکر وی را بازگو کردند. به گفته این فرد از بستگان موبد آرش کسروی احتمال با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته در همسایگی خانه وی اطلاعاتی درباره قاتلان به دست آمده بود، اما از آنجا که اقلیت‌های دینی در ایران به ویژه زرتشتیان همواره مورد ظلم و ستم حکومت‌های مختلف بوده و هستند، نه تنها مورد ستم حکومت بلکه به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز و ناعادلانه اسلامی از سوی افراد سودجو نیز مورد آزار قرار می‌گیرند. وجود قوانین در کشوری که تمام حقوق را به مسلمانان می‌دهد و عدم وجود قصاص و مجازات مساوی با مسلمانان برای قاتلین افراد غیر مسلمان، سودجویان و نهادهای دارای قدرت مانند سپاه و بسیج اقدام به مصادره اموال و زمین‌های زرتشتیان می‌کنند. با به قتل رساندن و ترور مالکین آنها، املاک و زمین‌های آنان را با حکم قضایی مصادره و به نام خود ثبت می‌کنند. بررسی نظرات دوستان و دیگر موبدانی که در مراسم پرسه یادبود آرش کسروی شرکت داشتند، نشان می‌دهد که آرش کسروی موبدی عادی نبود، بلکه در تبلیغ و ترویج دین زرتشت در آمریکا نیز فعال بود. امری که در جمهوری اسلامی می‌تواند مجازات مرگ داشته باشد. برخی سخنرانی‌های وی در آمریکا نیز گویای آن است که آرش کسروی انتقاداتی به نقض حقوق شهروندی زرتشتیان در ایران داشت. دلیل حضور دوباره‌اش در ایران نیز نه تنها پیگیری پرونده انحصار وراثت پدرش، بلکه اموال و املاکی بود که به دلیل زرتشتی بودن مالکانش توسط جمهوری اسلامی مصادره یا غصب شده بود. موبد کوروش نیکنام، نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس که اکنون ساکن پاریس است، در مراسم یادبود آرش کسروی ضمن اشاره به فعالیت‌های او در این زمینه به خاطره‌ای اشاره کرد که در آن وی به همراه آرش از آتشکده قدیمی در ارگبم بازدید کردند. وی در آن خاطره به شعری که خودش سروده اشاره کرد که به خواست آرش بر دیواره آتشکده حکاکی کردند. شعری با این مضمون: بیچاره از آن شدیم داد که داد، آتشکده جای خود به سقاخانه داد. به گفته وی آرش این تک بیتی را بسیار دوست داشت و بارها با خود تکرار می کرد.
به گفته اعضای خانواده مقتول و همچنین موبدانی که با وی در تماس و ارتباط بودند، آرش کسروی برای پیگیری زمین‌های پدری و همچنین پرونده‌های دیگری که به قول یک موبد ساکن کرمان شامل 30 پرونده میشد، به ایران بازگشت، اما بارها تهدید شد تا جایی که ناچار شد شخصی را به عنوان محافظ استخدام کند. همان شخصی که سرانجام قاتل وی اعلام شد. در گزارش دادگستری، علت اصلی قتل اختلاف مالی ناشی از برداشت مبالغی از حساب آرش کسروی و تبدیل آن به دلار عنوان شد. اما در آن قتل مشکوک پرسش‌های بسیاری وجود داشت که در این گزارش هیچ پاسخی برای آنها یافت نشد. نخست آنکه آرش کسروی پس از پیگیری املاک پدری و دیگر زرتشتیان منطقه بارها تهدید به قتل شد. بدین منظور محافظ شخصی استخدام کرد. اما چه کسانی وی را تهدید به قتل می‌کردند؟ او با کدام زمینخواران درگیری قضایی داشت؟ در این زمینه احتمالاً شواهد بسیاری در دادگستری کرمان وجود دارد. در گزارش دادگستری کرمان در زمینه قتل نیز تناقض و نواقص زیادی وجود دارد. نخست آنکه روشن نیست چرا قاتل که از قبل برای قتل مقدمه چینی کرده و گاز خفه کننده نیز تهیه کرده بود، مقتول را پس از یک مشاجره لفظی با ضربات آلتی شبیه به پیچ‌گوشتی کشت. دومی که قاتل مباشر و محافظ مقتول بود. به نظر می‌رسد ارزش املاکی که او مباشرت آن را داشت، حق و زحمه‌ای که باید دریافت می‌کرد، بیشتر از $10,000 بود که در خودروی مقتول کشف شد. از این رو تا روشن نشود چه قراردادی میان آرش کسروی و مباشرش وجود داشت، نمی‌توان نتیجه گرفت که انگیزه مالی مباشر دلیل قتل وی بود. آرش کسروی از جمله موبدانی بود که نه تنها برای احقاق حقوق خانواده خویش تلاش می‌کرد، بلکه برای پیگیری حقوق همکیشان خود نیز فعالیت داشت. از گفته دیگر زرتشتیان و موبدانی که وی را از نزدیک می‌شناختند، چنین می‌توان برداشت کرد که وی در پیگیری املاک زرتشتیان در منطقه کرمان به احیای حقوق برابر باور داشت و بر آن اصرار می‌ورزید. اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان علیرغم آنکه در قوانین مدنی ایران از حقوق مشخص در احوال شخصیه برخوردارند، اما هنوز برخی دادگاه‌ها حاضر نیستند آنها را به رسمیت بشناسند. از این رو پرونده به قتل رسیدن آرش کسروی را نمیتوان با طرح ادله‌ای چون اختلاف $10,000 ختم کرد. همانطور که شاهدان این پرونده میگویند، یک سوی پرونده این قتل زمینخواران مجهول الهویه‌ای بودند که بارها وی را به قتل تهدید کردند. از سوی دیگر انگشت اتهام را باید به سوی کسانی نشانه رفت که خواستار برچیده شدن حقوق سیاسی و اقتصادی اقلیت‌های دینی و مصادره اموال آنان به نفع خویش هستند. هرچند که مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی ارتباط این قتل با قتل‌های زنجیره‌ای در کرمان را رد کردند، اما با چنین فرضیه‌ای تحقیقات این پرونده وارد مسیر تازه‌ای شد. پرونده‌ای که احتمالاً جزئیات و شاهدان زیادی داشت. داستانسازی دادگستری کرمان در مورد قتل موبد آرش کسروی. رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قاتل آرش کسروی موبد زرتشتی خودکشی کرده است. یدالله موحد روز یکشنبه 12 مرداد از بازداشت 2 نفر در رابطه با پرونده قتل آقای کسروی خبر داد. خبر پیدا شدن پیکر بیجان موبد زرتشتی آرش کسروی و 2 نفر از همراهانش در ماهان روز 5 مرداد در رسانه‌ها منتشر شد. رئیس کل دادگستری کرمان نام 2 نفر از همراهان آقای کسروی که کشته شدند را فرهناز رفیعی و محمد جواد گنجلی خانی ذکر کردند. به گفته این مقام قضایی، فرهناز رفیعی با آرش کسروی آشنایی قبلی داشت و آقای گنجلی خانی مباشر این موبد زرتشتی بود. او گفت: در جریان درگیری هایی که به خاطر اختلافات مالی رخ داد، ابتدا محمد جواد گنجلی خانی اقدام به قتل آرش کسروی کرد و در ادامه این فرد با همراهی نامزد خود اقدام به کشتن فرهناز رفیعی کردند. به گفته رئیس کل دادگستری کرمان، پس از این حوادث آقای گنجلی خانی با زدن شاهرگ خود اقدام به خودکشی کرد. آقای موحد علت خودکشی را عذاب وجدان قاتل و همچنین ناتوانی او در دفن اجساد ذکر کرد. او گفت که قاتل
مبالغی به دلار را از حساب آرش کسروی برداشته و بخشی از پولها را به برادر خودش داد. رئیس کل دادگستری کرمان درباره میزان مبالغ برداشت شده توضیح نداد. ترور منوچهر فرهنگی. منوچهر فرهنگی در سال 1304 شمسی معادل 1925 میلادی در کرمان در خانواده ای زرتشتی به دنیا آمد. تا 15 سالگی در کرمان تحصیل کرد. او برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه فیروز بهرام دیپلم گرفت. منوچهر فرهنگی در سال 1338 با فرانک سیوشانسی ازدواج کرد. ثمره این ازدواج 2 پسر به نامهای رامین و رامش بود که پس از خروج از ایران به تحصیلات خود ادامه داده به مدارج عالی دست یافتند. آنها ضمن کارهای مختلف اقتصادی بزرگترین کالج در منطقه را که پدرشان بنیاد نهاده بود مدیریت می‌کنند. منوچهر اعتقاد داشت اگر تحول و اصلاحی در امور اجتماعی و سیاسی جوامع بشری مد نظر باشد، نه با انقلاب و نه با دیکتاتوری، بلکه از راه تربیت افراد و فراهم آوردن موجبات رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میسر خواهد شد. ممکن نبود نیازمندی را بشناسد، به کمک او نشتابد. از خودنمایی و فقر فروختن بیزار بود. او دشمن خرافات بود. مثلا در راهپیمایی روزانه اگر قرار بود چند بار محوطه را دور بزند، او مخصوصاً 13 بار محوطه را دور میزد و یا اگر قرار بود نرمش دست انجام دهد، مخصوصاً 13 بار این عمل را انجام میداد، برخلاف عده‌ای که عدد 13 را نحس میدانند. او با عدد 13 رابطه دوستانه‌ای داشت. پس از فراغت از تحصیل با کمک و همراهی فامیل یک مؤسسه تجاری داروسازی به نام شرکت آجرا تأسیس نمود و چون ایده آرزوی سازندگی داشت، در دهه 40 زمین‌های شمالی بیبی هوریه را که باطلاقی و پر از درختان تمشک بود انتخاب کرد. در مرحله اول 40 هکتار و بعدها 7 هکتار را به کمک برادران خود آقایان اردشیر و مهربان و دوست زرتشتی به نام آقای فلفلی خریداری نمودند. دهکده ساحلی بر مبنای اساسنامه مترقی تأسیس و پس از تصویب شرکا و دوائر دولتی طرح را به مورد اجرا گذاشتند. در شروع کار مردم محلی و عابران توریستی در شگفت بودند که این مرد کرمانی با این درختان تیغدار و باطلاق چه خواهد کرد؟ پشه‌ها به کجا خواهند رفت؟ شرکت سازنده دهکده به کمک تعدادی بولدوزر زمین‌ها را صاف و باطلاق‌ها را خشک کردند و برای از بین بردن میلیاردها پشه تمام منطقه را سمپاشی نمودند. نهایتاً از درختان تیغدار تمشک خبری نبود. همه را از ریشه درآورده، سپس محدوده دهکده ساحلی را دیوارکشی کردند. برای پیشبرد طرح‌ها و پیشرفت کارهای ساختمانی، شرکت‌های دیگری تأسیس کردند که خود از سهامداران آن بودند. مثلا شرکت ساخت ویلاها به مدیریت، نظارت و سهامداری 50% مهندس هوشنگ کردستانی بود که نظارت در اجرای طرح دقیق تصویب شده توسط شرکا را داشت. رستوران بزرگ عمومی و رستوران برای جشن‌ها و رقص و آواز در شب‌های تابستان و نصب چادرها و میزهای قشنگ برای مسافران در کنار ساحل با حداقل قیمت و قسمتی برای بازی پینگ پونگ و بسیاری از وسایل تفریحی برای ساکنان و توریست‌های غیر محلی آماده بود. مشتریان در دهکده ساحلی پاویون‌های آماده می‌خریدند و یا با خرید زمین طبق نقشه دهکده خود آنها خانه بنا می‌کردند. در این صورت مجبور بودند از طرح‌های اساسنامه پیروی کنند که در قولنامه هم منعکس شده بود. منوچهر فرهنگی در 54 سالگی در حالی که تمام اموال منقول و غیر منقول او را مصادره انقلابی کرده بودند، از ایرانی که عاشقش بود خارج شد. منوچهر فرهنگی پس از خروج از ایران تصمیم گرفت به کارهای فرهنگی و تربیتی در کشورهای اروپایی بپردازد. پس از یک بررسی کوتاه، او شهر مالاگا در جنوب اسپانیا کنار دریای مدیترانه با آب و هوای بسیار مناسب را انتخاب و شروع به کار نمود. مدتها در جستجوی خوابگاهی مناسب همانند مدرسه‌های شبانه روزی در مدارس انگلیس بود، اما موفق نشد. چون سال تحصیلی در حال شروع شدن بود، فوراً یک طبقه از هتل و یا مدرسه را اجاره کرد و سال تحصیلی را آغاز نمود. او می گفت این چیزی نیست که من می خواستم.
من باید کالجی در اسپانیا درست کنم که در تمام منطقه منحصر به فرد باشد. بالاخره بعد از چند سال همان را که می‌خواست درست کرد و شد آنچه که می‌خواست. پس از مدتی ایشان با سفارش به بنگاه‌های مادرید و با بهره‌گیری از کامپیوتر آگاه شد. سالهاست قمارخانه‌ای بسیار شیک با زمینی بسیار بزرگ دارای استخر در جاده ناسیونال 3 در 10 دقیقه‌ای پایتخت اسپانیا مدتی است برای فروش عرضه شده ولی به علت بزرگی خریداری ندارد. فرهنگی دست به کار شد. با تماس با وزارت آموزش رضایت آنها را برای تأسیس یک کالج بین‌المللی به زبان انگلیسی و فارسی مشترکاً برای ایرانیان با دریافت جواز از دانشگاه‌های معتبر آمریکا و انگلیس برای ورود فارغ التحصیلان این کالج مستقیماً برای ادامه تحصیل به آن دانشگاه‌ها اقدام کرد. او با انتخاب بهترین معلمان انگلیسی زبان نهایتاً به سراغ بانک‌ها برای وام و فروشنده رفت و ملک را خریداری و شروع به بازسازی قمارخانه یعنی به کالج نمود. پس از تبلیغات برای پذیرش دانش آموزان در دوره متوسطه اولین سال تحصیلی را با 70 دانش آموز در 6 کلاس متوسطه که 20 نفر آنان ایرانی بودند آغاز گردید. در اواسط اولین سال تحصیلی از ایشان سوال شد که آیا با مبلغ دریافتی از 70 شاگرد می تواند حقوق معلمان را بپردازد و یا کرایه سرویس شاگردان را به مادرید تأمین کند؟ او با خونسردی و آهسته که از خصائل نیک همیشگی او بود جواب داد: من تازه تخم کاشتم و بذر پاشیدم. تا آنجا که لازم بود آبیاری کردم. فصل بهره‌گیری بعدها خواهد بود. البته تا چگونه مدیریت شود. یکی از دوستان منوچهر نقل می کند مدت 3 سال از تأسیس مدرسه گذشته بود که به دیدارش در مادرید رفتم. وقتی از تاکسی پیاده شدم فکر کردم راننده مرا به جای دیگری آورده است. شوفر وقتی تعجب مرا دید گفت: مگر نمی‌خواستید به کالج بین‌المللی بیایید؟ گفتم چرا؟ گفت همینجاست. چون در فرودگاه فقط شما کالج بین‌المللی مادرید بگویید کافی است. وارد کالج شدم. آنچه می‌دیدم باورم نمی‌شد. مدتی بعد کودکستانی با تمام تجهیزات مدرن روز و وسایل ایمنی افتتاح گردید. 3 دستگاه ویلای مجهز برای خود و 2 فرزندش ساخت. بناهای زیادی که جوابگوی 900 شاگرد و 90 معلم خارجی باشد تأسیس گردید. در زمان خرید کازینو آشپزخانه‌اش بسیار مدرن و شیک بود. پس از نظافت و قدری بازسازی کلیه کارمندان و سرآشپز موظف بودند با لباسها و کلاه سفید خدمت کنند. سرآشپز قادر به پخت غذاهای ایرانی بود. بخش مخصوص کودکان و سرو غذا توسط مسئولین دیدنی بود. وسایل بازی کودکان برای جلوگیری از هر گونه حوادث غیرمنتظره طبق روال موجود برای هر سنی همانند بهترین کودکستان‌های دنیا تهیه شده بود. وسایل کمک اولیه برای محصلین و کودکان به طور کامل وجود داشت. جالبترین چیزی که به چشم می‌خورد زمین‌های ورزشی و استخر بود. تعداد زیادی میزهای تنیس روی میز و غیره که گویای یک مدیریت بی‌نقص در امر آموزش و پرورش بود. منوچهر بیش از هر چیز به فراگیری زبان فارسی دانش آموزان ایرانی کالج توجه داشت و از هیچ خطای آنان نمی‌گذشت. او در دفتر خود با مهربانی برخوردی پدرانه با آنها داشت. معلمان فارسی زبان اکثراً از ایرانیان تحصیل کرده و متعهد انتخاب می‌شدند. متن کتاب‌های فارسی را به دقت بررسی می‌کرد که خالی از متن‌های رایج مسخره ایدئولوژی از چپ یا راست، از دینی تا سیاسی که در حکومت‌های توتالیتر وجود دارد باشد. تأسیس باشگاه‌های ورزشی یکی از نمونه‌های خوشفکری و مدیریت فرهنگی بود که بلافاصله به دلیل تقاضاهای بیشتر باشگاه دوم هم تأسیس گردید. روزی برای نهار خوردن از دفترش خارج می شدیم که 2 نوجوان را به من نشان داد و گفت اینها 2 فرزند آقای خولیو، بزرگترین و جاودانه ترین خواننده اسپانیایی زبان دنیا که به زبانهای انگلیسی و فرانسه هم می خواند هستند. پرسیدم اینجا چه کار می کنند؟ پاسخ داد پدر و مادر این نوجوانان برای انجام کاری باید در مادرید بمانند. برای اینکه فرزندانشان از درس عقب نمانند فعلا در کالج ما اسم نویسی کردند و مشغول تحصیل هستند. داخل پرانتز البته الان که من این سرگذشت را می نویسم یکی از همین فرزندان آقای خولیو بزرگترین خواننده آمریکاست. بالاخره بعد از سالها فعالیت فرزندان فرهنگی اداره امور را در دست گرفتند. منوچهر نیازی به کار کردن نداشت.
ولی انسانی مثل او مگر می توانست بیکار بنشیند؟ در این موقعیت که منوچهر فرهنگی از کار کالج فراغت حاصل کرده، قطع زمینی به مساحت 50 هکتار در 190 کیلومتری پایتخت خرید. کسانی مثل من و دوستان نزدیکش که ذات وجودی او را خوب می شناختیم، حدس می زدیم که به زودی بهشتی در آنجا ایجاد خواهد شد. نه آن بهشتی که ادیان توحیدی در وهم و خیال جویهای شیر در آن روان کردند و از حوری و غلمان صحبت می کنند، بلکه بهشتی عینی، بازسازی و ایجاد بناهای مدرن و استخری زیبا که پرندگان سفید در آن در عین آسودگی حفاظت شده بر بینندگان فخر می فروختند و درختان میوه و تزئینی در آن کاشته تا آنجا که چشم کار می کرد گلهای زیبا دیده می شد. باری، این تصویر زیباتر از آنچه ما فکر می کردیم به وقوع پیوسته. 2 قفسه کتابخانه بزرگ مملو از کتاب‌های کشاورزی و گلکاری بود که همه آنها را در طول روز مطالعه می کرد و در زمین آن را به مرحله اجرا می گذاشت. این بهشت پایگاهی برای پرندگان آواره محل شده بود که برای خوردن و نوشیدن و استراحت به آنجا می رفتند و با صداهای زیبای خود حاضرین را سرشار از خوشی می کردند. منوچهر فرهنگی پس از انجام تقریبی طرح خود از وزارت فرهنگ و تربیت خواست که نونهالان و دانش آموزان را برای گذراندن روزهای خوب به آنجا بفرستند که با استقبال بزرگ این سازمانها روبرو شد. از این پس بهشت فرهنگی شاهد دویدن، خندیدن، خوردن و نوشیدن جوانانی بود که در منطقه پرسه می‌زدند. اما فراموش نمی‌کنیم که منوچهر با تمام کارهای اداری و غیره که در مادرید داشت، هر روز 38 کیلومتر را برای سرکشی به بهشت موعود طی می‌کرد. قبل از مرگ برای یک چکاپ پزشکی که از اسپانیا به شهر ما آمده بود، برای برگشت بیتابی می‌کرد. گفتم تو را چه شده؟ جواب داد دلم برای باغچه‌ام تنگ شده و درختها نیاز به دیدن من دارند. البته مردم همان منطقه که مسافت زیادی با مجموعه او داشتند از مشتریان پروپاقرص بودند. مسافران مادرید برای گذراندن روزهای شاد و خوش مشتری دائم آنجا بودند. پایان غم‌انگیز زندگی نافرجام منوچهر فرهنگی. منوچهر فرهنگی سالها بود که در لیست سیاه حکومت جمهوری اسلامی قرار داشت. علت مخالفت جمهوری اسلامی را با او از چند جهت میتوان بررسی کرد. 1. کمک و دستگیری از فراریان ایرانی که جا و مکانی برای زندگی در خارج از ایران نداشتند. 2. کمک به نویسندگان و ناشرانی که برای نوشتن و یا چاپ کتاب احتیاج به همراهی داشتند. 3. اطلاع زبان پارسی و کمک به ناشران و نویسندگانی که در این راه فعالیت داشتند بدون اینکه مرز جغرافیایی برای آنها قائل شود. 4. احداث یک کالج بین المللی که در آنجا زبان پارسی برای نوجوانان ایرانی جهت جلوگیری از فراموشی این زبان برای نسل دوم و سوم به سبک زمانهای گذشته تدریس میشد. 5. یک ایرانی موفق زرتشتی که با حکومت اسلامی در کشورش مخالف بود. اما چرا ترور او سالها به عقب افتاد؟ به دلیل پیگیری دولت آلمان به جهت ترور رهبران کرد ایرانی، برای چند نفر در رأس حکومت اسلامی یک شکایت بین المللی صادر و پلیس بین المللی را مجبور به دستگیری آنان در صورت خروج از ایران نمود. بعد از روی کار آمدن خاتمی این گونه ترورهای آشکار فروکش کرد، ولی سازمانهای تروریستی با آن بودجه و عظمت نمیتوانست خاموش بماند. این بود که روش آدمکشی با اجازه رهبر تغییر یافت و طرح جاسوسی و تطمیع به مرحله اجرا گذاشته شد. مثل تطمیع بوی رحمدی در قتل دکتر بختیار که بارها بختیار گفته بود این جوان مثل فرزند من است. سالها بود که منوچهر فرهنگی از نظر زمانی منتظر ترور و هدف یک عده مزدور کوراندیش بود. پس از آن فاجعه روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های اروپا و آمریکا از کارهای بزرگ فرهنگی گفتند و نوشتند و او را ستودند. اما هیچ یک حتی بعدها که موضوع آشکار شد ننوشتند که چرا این مرد را کشتند و چه کسی او را کشت.
منوچهر فرهنگی در برنامه شب چهارشنبه سوری سال 1386 توسط افراد وابسته به سفارت ایران در مادرید به قاتل معرفی شد. شاید هم قاتل ساعتها با ایرانیان در آنجا به سر می بردند. منوچهر همیشه در تحویل سال نو تعدادی میهمان داشت که با شراب ناب از آنان پذیرایی می کرد. او روز چهارشنبه 28 اسفند سال 1386 ساعت 12:30 به وقت محلی با ماشین خود وارد کوچه شد و جلوی گاراژ توقف نمود تا ماشین را پارک کند. قاتل که یک زن اسپانیایی زبان بود و مطمئناً آموزش‌های لازم را قبلا دیده بود، به او نزدیک شد و کارد سلاخی را در شکمش فرو کرد و این عمل چندین بار تکرار شد. خانم منوچهر فرهنگی که در حیاط منزل منتظر همسرش بود، متوجه سر و صدا در اطراف پارکینگ گردید و خود را به آنجا رساند و با هیکل خون‌آلود همسرش مواجه شد. منوچهر فرهنگی هنوز در راه بیمارستان زنده بود. مثل همیشه آرام و با متانت به همسرش گفت که حلول سال نو نزدیک است. نمیخواهم تو و فرزندان و بستگانم به خاطر مردنم گریه کنند. ساعاتی بعد به جان باختگان راه میهن پیوست و خون گرم خود را به ایران دوستان و عاشقان زبان پارسی تقدیم کرد. همان عصر واقعه وزیر کشور اسپانیا دستورات فوری برای پیدا کردن قاتل را صادر کرد، ضمن اینکه کالج بین المللی مادرید و بنیانگذار آن را خوب می‌شناخت و می‌دانست افکار سیاسی او چیست. خانه‌های مستقر در کوچه اکثراً به دوربین‌های امنیتی مجهز بودند. پلیس با یک مقایسه و تطبیق زمانی آنها متوجه خانمی شد که مدت زمانی در آن کوچه پرسه می‌زد. یک تاکسی هم قدری دورتر توقف کرده بود. آن زن پس از انجام قتل سوار تاکسی شد و رفت. با در دست داشتن نمره و رنگ تاکسی خیلی زود پلیس توانست او را دستگیر کرده و مورد بازجویی قرار دهد. راننده بدون اینکه از قتل چیزی بگوید اقرار کرد که مسافری داشتم از فلان محل او را سوار کردم و پس از مدتی انتظار دوباره او را سوار کرده و به منزلش رساندم. البته راننده تاکسی دروغ می گفت، ولی چون پلیس مدرکی از او در شرکت در جنایت نداشت به ناچار او را آزاد کرد. زن قاتل دستگیر شد اما سکوت اختیار کرد، سکوتی که پس از چند سال هنوز هم ادامه دارد. جالب اینجاست که پس از دستگیری قاتل 2 وکیل خوب اسپانیایی خود را به عنوان وکیل این خانم به دادگاه معرفی نمودند. آنها برای قاتل پرونده روانی در اسپانیا و کشورهای اسپانیایی زبان درست کرده بودند تا نهایتاً قاتل به حد اکثر بالای 20 سال محکوم شود. قتل فریدون فلفلی. فریدون فلفلی از زرتشتیان فعال و از دوستان نزدیک کسری وفاداری بود که در فوریه سال 2005 در خانه خود در شهر مادرید اسپانیا با ضربات متعدد کارد مزدوران جمهوری اسلامی به گونه فجیعی کشته شد. پلیس مادرید علیرغم دستیابی به اطلاعات دقیق درباره نقش حکومت ایران در قتل فریدون فلفلی بنابر ملاحظات سیاسی و منافع خود از درج اطلاعات خودداری کرد. فریدون فلفلی با برخورداری از امکانات مالی توانسته بود برای تعدادی از جوانان ایرانی در درون و بیرون از کشور امکانات تحصیل فراهم نماید. او بنیانگذار شرکت سپنتا، نخستین تولید کننده پروفیل و لوله در کشور بود. این شرکت پیش از انقلاب با 2 کارخانه تولیدی در تهران در جایگاه بزرگترین تولید کننده لوله و پروفیل در کشور جای داشت. پس از جنگ جهانی دوم کم کم جمعیت ایران رو به افزایش نهاد و با بهبود وضع زندگی مردم نیاز و گرایش آنها برای ساخت خانه‌های تازه و مدرن بیشتر دیده شد. در این میان ساخت در و پنجره و نمونه‌های محافظتی از رونق فراوانی برخوردار شد. تا آن زمان در و پنجره از چوب ساخته می‌شد. با توجه به شرایط آب و هوایی کشور چوب کافی در دسترس نبود. مردم ناچار شدند نخست از آهن و سپس از آلومینیوم برای این کار بهره ببرند. از این رو روانشاد فریدون فلفلی وارد کردن انواع متنوع پروفیل را برای ساختن در و پنجره آغاز نمود. نخستین کارخانه‌ای که در ایران به تولید پروفیل پرداخت شرکت صنعتی سپنتا بود که کار خود را در سال 1340 خورشیدی آغاز و تولید پروفیل توخالی را وارد بازار کرد. ترور جمشید رودکی و رضا مظلومان.
جمشید رودکی از پایه‌گذاران و فعالین انجمن زرتشتیان بود که در ماه مارس سال 2005 در شهر دوشنبه تاجیکستان در خانه‌اش با ضربات کارد تروریست‌های اعزامی جمهوری اسلامی کشته شد. 1 سال پس از قتل دکتر کسری وفاداری آشکار گردید مهدی شادی کموله تروریست اعزامی رژیم جمهوری اسلامی او را هم به قتل رسانده است. دکتر رضا مظلومان استاد سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. او از دهه 1350 تا 1357 به تدریس دروس علوم کیفری و جرم شناسی در این دانشکده مشغول بود. مدارج علمی وی عبارتند از لیسانس زبان خارجه، لیسانس روانشناسی، فوق لیسانس و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی بودند. اهم آثار تألیفی و تحقیقی دکتر مظلومان عبارتند از 1. جامعه شناسی کیفری، 2. حقوق جزا و جرم شناسی، 3. تلویزیون، رادیو و جرم. رضا مظلومان در 17 دی ماه 1314 در مشهد زاده شد. پس از پایان تحصیلات دبیرستانی و خدمت وظیفه وارد دانشکده ادبیات تبریز شد و در سال 1338 لیسانس خود را از آن دانشکده دریافت کرد. او برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و در سال 1348 مدرک دکترای خود را در رشته جرم شناسی دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد و در دوره پهلوی دوم یعنی از سال 1355 خورشیدی تا 1 ماه پیش از انقلاب 57 به سمت معاون وزیر آموزش و پرورش برگزیده شد. وی از اعضای سازمان درفش کاویانی بود که در 7 خرداد 1375 به دست عوامل امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اطراف پاریس کشته شد. رضا مظلومان پس از انقلاب مدتی مخفی شد و در سال 1360 از ایران خارج و به فرانسه رفت. در آنجا نام خود را به کوروش آریامنش تغییر داد. او با همکاری یکی از دوستان خود سازمان پاسداران فرهنگ ایران را بنیانگذاری کرد. این سازمان با انتشار کتاب‌هایی به پاسداری از آیین و فرهنگ کهن ایران و مبارزه با خرافات و جهل مذهبی حاکم می‌پرداخت. رضا مظلومان در خارج از فعالان حقوق بشر ایران و سردبیر ماهنامه پیام آزادگان بود. در عصر روز 7 خرداد 1375 در حالی که رضا مظلومان در آپارتمان خود میزبان یک زن فرانسوی بود، 2 مرد به صورت سرزده به در خانه آمدند. یکی از آنها احمد جیهونی نام داشت که در آلمان کار و کاسبی داشت و از 3 سال قبل با رضا مظلومان در ارتباط بود. سالی 1-2 بار به دیدار وی می رفت. بر اساس گفته‌های زن فرانسوی که آن روز مهمان رضا مظلومان بود، وقتی آن 2 مرد به طور سرزده در خانه را زدند، رضا مظلومان به آنها اجازه ورود نداد. قرار شد آنها بروند و نیم ساعت دیگر برگردند و زن فرانسوی نیز قبل از بازگشت مجدد آن 2 محل را ترک کرد. فردای آن روز پیکر رضا مظلومان توسط همان زن فرانسوی کشف و به پلیس اطلاع داده شد. قاتلان با شلیک 3 گلوله از فاصله نزدیک به سر و سینه رضا مظلومان او را به قتل رساندند. پلیس در میان وسایل رضا مظلومان نامه‌هایی از احمد جیهونی یافت و توسط زن فرانسوی که او را دیده بود توانست جیهونی را شناسایی کند. پلیس آلمان به خواست پلیس فرانسه جیهونی را بازداشت کرد. وی سرانجام اقرار کرد که در آن روز به ملاقات رضا مظلومان رفته بود و برای محاکمه به فرانسه تحویل داده شد. او 5 سال پس از جنایت در فرانسه محاکمه و به 17 سال زندان محکوم شد. هاشمی رفسنجانی درباره این قتل در خاطرات خود نوشته است: آقای فلاحیان وزیر اطلاعات آمد راجع به عزل امام جمعه کرج و نیز تنبیه ماموران متخلف که در اروپا خودسر دست به کار غیرقانونی زده بودند در موضوع رضا مظلومان و بردن مواد به آلمان صحبت شد. خبرگزاری ایسنا وابسته به جهاد دانشگاهی نیز در تاریخ 3 تیر 1380 در این باره نوشت: یک دادگاه ضد تروریستی دولت فرانسه یک ایرانی را به اتهام قتل یکی از مقامات رژیم سابق
که 5 سال پیش در پاریس روی داده بود به 17 سال زندان محکوم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری BBC، قاضی دادگاه در حکم خود گفته بود احمد جیحونی متهم مورد نظر در قتل رضا مظلومان، یکی از معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش ایران در زمان رژیم سابق، مشارکت داشت و با دستگاه امنیتی ایران در ارتباط بود. مظلومان به شدت با اعراب و اسلام مخالف بود و به همین دلیل نام خود را به کوروش آریامنش تغییر داد و در نشریه پیام آزادگان سعی داشت از هیچ واژه عربی بهره نگیرد. دادستان اظهار داشت جیحونی از مدت‌ها قبل با رضا مظلومان رابطه دوستانه برقرار کرده بود و 1 روز پیش از قتل به پاریس آمد و با جلب اعتماد مظلومان قاتل را به منزل وی فرستاد، خود به آلمان بازگشت. مقامات فرانسوی پس از شناسایی وی از دولت آلمان خواستار استرداد او به فرانسه شدند که قبلا تحویل دولت فرانسه داده شده بود. احمد جیحونی که از رابطان وزارت اطلاعات بود، در سال 1381 توسط دادگاه پاریس به 17 سال زندان محکوم شد. اما همدست وی که مجتبی مشهدی نام داشت به طرز عجیبی تبرئه شد. او به حکم خود اعتراض کرد، اما در نهایت از حضور در دادگاه تجدید امتناع ورزید، زیرا از آن بیم داشت که قضات دادگاه حکم 17 سال حبس او را سنگین‌تر کنند. جیحونی ساکن آلمان بود و مغازه CD فروشی داشت. البته این مغازه پوششی برای شناسایی ایرانیان خارج از کشور و تماس با رابطان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. درباره فعالیت مشکوک احمد جیحونی بارها دوستان دکتر رضا مظلومان به ایشان هشدار داده بودند، اما او چنان تحت تأثیر فریب احمد جیحونی قرار گرفته بود که سخنان نزدیکانش را قبول نمی‌کرد و می‌گفت او چنان شجاع است که وقتی به ایران می‌رود از تلفنی که با آن تماس می‌گیرد به خمینی فوش می‌دهد و در ایران نیروهایی دارد که می‌توانند اعلامیه‌های ما را در مقیاس بزرگی پخش کنند. او عکس‌های این کار را به من نشان داده است. او می‌تواند با نیروهایش از نیروهای ما در درفش کاویانی در ایران حمایت کند. هرگاه احمد جیحونی به فرانسه سفر می‌کرد به هتل نمی‌رفت. دکتر رضا مظلومان از او در خانه شخصی خود پذیرایی می‌کرد که متاسفانه آخرین بار با یک مأمور نفوذی دیگر، مجتبی مشهدی که مهمان دکتر بودند، او را ناجوانمردانه در خانه‌اش ترور کردند و تمام اعضای درفش کاویانی که با احمد جیحونی در تماس بودند توسط جمهوری اسلامی بازداشت و یا مفقودالاثر شدند. به عنوان مثال تیمسار عطاالله بای احمدی در هتل ترور شد. سیروس الهی در فرانسه ترور شد. عباس قلیزاده را ربودند و از سرنوشتش خبری نیست. فریدون فرخزاد در آلمان در آپارتمانش به طرز فجیعی سلاخی شد. بهروز شاهوردیلو در ترکیه ترور شد. تا به امروز از گردانندگان این سازمان فقط دکتر گنجی زنده مانده است. دکتر منوچهر گنجی به اینترپل چنین گفته بود: در سال 1988 حداقل 18 نفر از افراد سازمان ما، یعنی درفش کاویانی، در ایران بازداشت شدند. سپس فردی به نام کبیری از مسئولین زندان اوین اظهار تمایل کرد که در مقابل دریافت پول ترتیب آزادی آنان را می‌دهد. ما پذیرفتیم در ترکیه که امکانات امنیتی داشتیم با او ملاقات کنیم. از طرف ما در ماه مه 1989 سرهنگ عطاالله بای احمدی به ترکیه رفت. از طرف کبیری تقاضای ملاقات در دبی شد. همچون بار گذشته او اصرار داشت من هم حضور داشته باشم. اما بای احمدی تنها به دبی رفت. او ساعت 4:50 وارد دبی شد و ساعت 5 به هتل رسید. ساعت 8:50 جسدش را ماموران نظافت پیدا کردند. کبیری در میان افراد ایرانی بود که ساعت 11 همان روز دبی را به قصد ایران ترک کرد. عکس او را ماموران دبی به سرگرد قلیزاده نشان دادند. او کبیری را شناسایی کرد. پس از بازگشت کبیری 16 نفر آزاد شده مجدداً بازداشت و عده‌ای از آنان اعدام شدند. سرگرد قلیزاده را 2 سال پس از این ملاقات در ترکیه رو بودند، شکنجه کردند و کشتند. 2 نفر به اتهام این قتل در ترکیه زندانی شدند. دکتر منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش در دولت هویدا گفت فعالیت‌های عملی درفش کاویانی در آن سالها زیر نظر امریکا بود. امریکا بودجه آنها را تأمین می‌کرد. جمهوری اسلامی بارها به کشورهای اروپایی اعتراض کرده بود که چرا جلوی فعالیت‌های مخرب این گروه را نمی‌گیرند.
در زمانی که کلینتون به قدرت رسید، سعی کرد تنش‌ها با رژیم آخوندها را کاهش دهد. در اولین اقدام، بودجه این گروه را قطع کرد و از مدیران این گروه تعهد گرفت به فعالیت‌هایشان پایان دهند. رضا مظلومان تا آخرین لحظه عمر پربار خود به پیشه معلمی عشق می‌ورزید. او لحظه‌ای از انجام وظیفه مقدس خود در آگاهسازی اذهان دست بر نداشت. تلاش و عشقی که سرانجام جانیان جمهوری آخوندی را برآن داشت تا با نقشه از پیش طراحی شده قاتلی را به همراه دوستنما به خانه او بفرستد. در 7 خرداد ماه 1375 برابر با 27 مه 1996 با شلیک 3 گلوله دکتر رضا مظلومان در منزل خود در شهری حومه جنوب شرقی پاریس به قتل رسید. وی 8مین ایرانی در فرانسه و 68مین کسی بود که تا آن روز در خارج از کشور و به دست قاتلان فرستاده جمهوری اسلامی ترور میشد. اما بدون تردید او نخستین ایرانی در خارج از کشور بود که به سبب تلاش‌های فرهنگی و کوشش در راه رهایی ایرانیان و فرهنگ ایرانی از اسارت اندیشه‌های خرافی جان فدا نمود. او وصیت کرده بود جنازه اش سوزانده شود. در روز 25 خرداد 1375 در گورستان پرلاشز در بلندی‌های شمال شهر پاریس در حالی که نوای پیانو و آهنگ زیبای خواب‌های طلایی از استاد جواد معروفی و شعری زیبا از سهراب سپهری به نام دوست خوانده میشد، جسد او به شعله‌های آتش سپرده شد. ترور سرهنگ عطاالله بای احمدی. سرهنگ عطاالله بای احمدی، افسر اطلاعات ارتش شاهنشاهی ایران، در 20 مرداد 1312 در بندر گز به دنیا آمد و در روز 14 خرداد 1368 چند ساعت پس از مرگ خمینی در هتل اکسلسیور دبی با شلیک گلوله به سرش توسط فرستادگان جمهوری اسلامی در 56 سالگی به قتل رسید. سرهنگ بای احمدی در سال 1336 از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد و پس از گذراندن دوره مقدماتی رشته مهندسی در سال 1344 به اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران منتقل گردید. در این مدت دوره عالی اطلاعات و ضد اطلاعات را در دانشکده فرماندهی و ستاد طی کرد. به دلیل داشتن لیاقت به ریاست دایره ضد جاسوسی و ضد اطلاعات منصوب گردید. در این سمت بود که او موفق به کشف فعالیت تعدادی از جاسوسان شوروی در ایران و دستگیری آنها شد. وی چندی بعد به ریاست دایره کل عملیات اداره ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی برگزیده شد. سرهنگ بای احمدی از جمله افسرانی بود که در قیام 18 تیر 1359 شرکت مؤثر داشت و پس از شکست این قیام ناچار به خروج از میهن گردید و از روز نخست تا هنگام مرگ فعالیت علیه جمهوری اسلامی را در غربت ادامه داد. در قیام 18 تیر خواهران وی اکرم و روحی بای احمدی نیز در کنار دیگر افراد این عملیات شرکت داشتند که هر دو دستگیر شدند. اکرم در 18 مرداد 1360 به گناه شرکت در این قیام در تهران اعدام و روحی بای احمدی 5 سال از عمر خود را در شکنجهگاه‌های جمهوری اسلامی به سر برد. سرهنگ بای احمدی طی فعالیت‌های خود در خارج از کشور همواره با نظامیان و میهن پرستان ایرانی در داخل کشور در تماس بود و قتل او هنگامی به وقوع پیوست که برای دیدار با شخصی که با نام‌های مستعار حاج کبیری، اکبری و حاجی محمدی خود را معرفی کرده بود به دبی رفت. این شخص از ایران آمده بود، قرار بود با گرفتن مبلغ $50,000 وسایل آزادی 12 نفر از همرزمان سرهنگ بای احمدی را از شکنجهگاه‌های جمهوری اسلامی فراهم نماید. سرهنگ بای احمدی 3 ساعت پس از ورود به دبی که برای انجام این دیدار صورت گرفته بود، به دست قاتلان فرستاده رژیم جمهوری اسلامی در محل ملاقات در شهر دبی، کشور امارات متحده عربی، به قتل رسید. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، آقای بای احمدی با پاسپورت کشور اردن و با هواپیمای شرکت امارات ایر در ساعت 4 صبح روز 14 خرداد 1368 از استانبول ترکیه برای ملاقات با 3 افسر نظامی ایرانی که از ایران به امارات رفته بودند به دبی رفت و در هتل اکسلسیور ساکن شد.
جنازه آقای بای احمدی در حالی که یک گلوله به سرش شلیک شده بود، در ساعت 8:30 صبح همان روز توسط کارکنان هتل در اتاقش پیدا شد. او جلیقه ضد گلوله پوشیده بود. منوچهر گنجی در مورد نحوه فراهم کردن زمینه ترور آقای بای احمدی گفت: پس از دستگیری 18 تن از اعضای سازمان درفش کاویانی در ایران، یکی از کارمندان عالی رتبه زندان اوین در تهران با آقای بای احمدی تماس گرفت و عنوان کرد که او موافق ایده‌های سازمان درفش کاویانی است و خود را نزدیک به این سازمان می‌داند و می‌تواند به زندانیان سازمان کمک کند و خواستار ملاقات او و رهبر سازمان شد. آقای بای احمدی به خاطر ملاحظات امنیتی ابتدا این شخص را تنها در اردیبهشت ماه 1368 در شهر استانبول ترکیه ملاقات کرد. پس از این ملاقات 16 نفر از زندانیان سازمان درفش کاویانی آزاد شدند. پس از آزادی زندانیان، آقای بای احمدی پیشنهاد ملاقات مجدد این شخص با او و مؤسس سازمان در شهر دبی را پذیرفت. اما دوباره آقای بای احمدی بنا به دلایل امنیتی تنها به دبی رفت. این قرار یک دام بود. او 3 ساعت و نیم پس از ورودش به هتل توسط 2 یا 3 تن با شلیک گلوله کشته شد. به گفته آقای گنجی، آقای بای احمدی این کارمند عالی رتبه زندان اوین را با حضور محافظ خودش، سرگرد قلیزاده و تعدادی از افراد سازمان درفش کاویانی و پلیس ترکیه در استانبول ملاقات کرد و این فرد با آقای بای احمدی و سرگرد قلیزاده عکس گرفت و عکس را با خود برد. پلیس دبی در جریان تحقیقات خود هیچ نشانه‌ای مبنی بر ورود همراه با زور به اتاق محل قتل آقای بای احمدی پیدا نکرد. این نشان می‌داد که آقای بای احمدی قاتل یا قاتلان را با میل خود در اتاق پذیرفته یا آنها در آن اتاق منتظر او بودند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از 2 شخص ایرانی تبعید شده که مدعی بودند از جزئیات تحقیقات پلیس دبی در رابطه با ترور آقای بای احمدی مطلع هستند، گزارش داد که قاتل آقای بای احمدی یک شخص ایرانی بود که مقامات دبی به دلیل نگرانی از هویتش به او برای ورود به این شهر ویزا ندادند و این شخص از طریق شارجه وارد دبی شد. قاتل آقای بای احمدی ساعت 11 صبح همان روز ترور با یک پرواز مستقیم به شهر شیراز فرار کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که مقامات دبی به سرکنسول وقت کنسولگری ایران در دبی به دلیل تماس‌هایش با قاتل آقای بای احمدی در هنگام ورود به دبی و همچنین زمان ترک این شهر با یک پرواز مستقیم و فوری به مقصد شیراز پس از انجام ترور مشکوک شدند. از اقدام دولت امارات در مورد سرکنسول وقت کنسولگری ایران اطلاعی در دست نیست. کپی پاسپورت قاتل آقای بای احمدی هنگام ورود به هتل توسط متصدی هتل گرفته شده بود. محافظ آقای بای احمدی، سرگرد قلیزاده در ترکیه، در جریان تحقیقات پلیس دبی از طریق عکس پاسپورت قاتل که همان فردی بود که قبلا با آقای بای احمدی در استانبول ترکیه ملاقات کرده بود را شناسایی کرد. مقامات شهر دبی و حکومت امارات متحده عربی اعتراض خود به قتل آقای بای احمدی در خاک دبی را با عدم تایید استوارنامه سفیر جدید حکومت ایران در امارات نشان دادند. سازمان درفش کاویانی جنازه آقای بای احمدی را به پاریس منتقل کرد. پیکر عطاالله بای احمدی در گورستان مونپارناس شهر پاریس به خاک سپرده شد. اکرم بای احمدی خواهر سرهنگ عطاالله بای احمدی از اعضای اصلی حزب درفش کاویانی متولد شهر بندرگز استان گلستان بود که به خاطر نقش داشتن در قیام پایگاه شاهرخی به همراه روحانگیز بای احمدی خواهرش در 21 مرداد 1359 بازداشت و به حکم ری شهری پس از شکنجه‌های بسیار در 18 مرداد 1360 اعدام شدند. اکبر کبیری آرانی قاتل سرهنگ بای احمدی. اکبر کبیری آرانی شکنجهگر فعال در زندان اوین و زندان گوهردشت با نام مستعار فکور یا اکبر کبابی سربازجوی هار و هرزه شعبه بدنام 7 اوین بود. فکور از عوامل اصلی شکنجه، اعدام و تجاوز به زندانیان بود. در سال 1362-63 تحت هیئت اعزامی از تهران زندانیان استان همدان را در زندان همدان مورد شکنجه و بازجویی قرار میداد. در سال 1364 مدت کوتاهی رئیس زندان گوهردشت بود. از زمستان 1364 تا خرداد 1365 رئیس زندان اوین بود. وی در قتل عام زندانیان سیاسی نقش فعالی داشت، به طوری که شخصاً در حلق‌آویز کردن زندانیان شرکت می‌کرد. فکور
متولد سال 1337 در محله اتابک تهران خیابان 15 متری نفیس بود. چون پدرش سر کوچه کبابی داشت، اکبر هم به اکبر کبابی معروف شده بود. همه اهل محل او را به این نام می‌شناختند. خانواده کبیری اصالتاً از استان اصفهان بودند و هنگام صحبت دارای لهجه اصفهانی بودند. اکبر در دوران انقلاب سرباز نیروی هوایی بود. او تا 1 هفته مانده به پیروزی انقلاب به خدمت خود ادامه داد و در آخرین روزهای حکومت پهلوی فراری شد. اکبر پس از پیروزی انقلاب در کمیته مسجد حسینی واقع در انتهای خیابان اتابک مشغول کار شد. اکبر کبیری پس از مدتی به کمیته منطقه 10 تحت ریاست آخوند احمد علم‌الهدی منتقل شد. در آن دوران کمیته منطقه 10 در میدان خراسان یکی از مراکز اصلی بسیج چماقداران و توطئه علیه گروه‌های سیاسی بود. عناصر این کمیته در حمله به کتابفروشی‌ها و مراکز و تجمعات گروه‌های سیاسی دست داشتند. در دهه سیاه 60 بسیاری از بازجویان، شکنجهگران و پاسداران و اعضای گروه ضربت اوین از عناصر این کمیته بودند. اکبر کبیری سپس به همراه حسن پالاندوزان که در کمیته مسجد حسینی اتابک همکار بودند، به کمیته مرکز انتقال یافتند. حسن پالاندوزان در بخش اطلاعات و کبیری در گروه ضربت کمیته مرکزی مشغول به کار شدند تا اینکه اکبر کبیری به اوین منتقل شد. اکبر کبیری به خاطر رذالت و درنده‌خویی پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و یکی از بازجویان اصلی شعبه 7 اوین یا کشتارگاه اوین در سالهای اولیه دهه 60 شد. در این دوره بود که نام مستعار فکور را برای خود برگزید و از این پس با این نام شناخته شد. در آن سالها او یکی از بی‌رحم‌ترین و معروف‌ترین بازجویان شعبه 7 اوین بود. فکور در سال 64 در دوران اصلاحات زندان و پس از برکناری لاجوردی و تغییر و تحولاتی که در سطح زندان انجام گرفت به ریاست اوین رسید. فکور جدای از شکنجه‌گری در تروریسم بین‌المللی نیز دست داشت و نزد اینترپل پرونده سنگینی دارد. دام وزارت اطلاعات برای کشتن منوچهر گنجی و قتل سرهنگ عطاالله بای احمدی توسط اکبر کبیری. کبیری پس از دستگیری 18 نفر از وابستگان درفش کاویانی در ایران به منظور ترور منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش پهلوی دوم و دبیر کل سازمان درفش کاویانی با حربه دریافت پول برای آزادی دستگیر شدگان با این سازمان تماس گرفت. او خواهان دیدار و گفتگو با گنجی شد، اما گنجی از دیدار او سر باز زد و به جای او سرهنگ بای احمدی به ترکیه رفت. در آنجا بای احمدی ضمن اطلاع محل جلسه به میت سرویس امنیتی ترکیه همراه با سرگرد قلیزاده به دیدار فکور رفتند تا گفتگو پیرامون آزادی دستگیر شدگان در مقابل دریافت پول انجام گیرد. پس از بازگشت فکور به ایران طبق قول و قرارهایی که گذاشته بودند و به منظور جلب اعتماد گنجی دستگیر شدگان آزاد شدند. فکور که ظاهراً به قول و قرارهایش عمل کرده بود برای ادامه گفتگوها قرار بعدی را در دبی که دست رژیم برای عملیات بازتر بود گذاشت و خواهان گفتگو با گنجی شد. اما وی که هنوز نسبت به جان خود بیمناک بود از رفتن به دبی سر باز زد و بار دیگر سرهنگ بای احمدی به جای او به سفر رفت. بای احمدی در ساعت 5 بامداد وارد هتل خود در دبی شد و جنازه‌اش در ساعت 8:50 صبح در اتاقش توسط نظافتچی پیدا شد. شخصی که قبل از مرگ به دیدار او در اتاقش رفته بود کبیری نام داشت. کپی پاسپورت وی هنگام ورود به هتل توسط متصدی هتل گرفته شده بود. سرگرد قلیزاده محافظ شخصی بای احمدی در جریان تحقیقات پلیس پس از دیدن عکس پاسپورت تایید کرد که وی همان شخصی است که در ترکیه با او دیدار کرده بودند. پس از بازگشت فکور به ایران آزاد شدگان دوباره دستگیر و تعدادی از آنها اعدام شدند. از آنجایی که فکور متوجه شده بود گنجی حاضر به ملاقات نیست، بای احمدی را به قتل رسانده بود. پس از موفقیت در انجام این ترور، فکور مدتی در حفاظت اطلاعات ارتش به کار گمارده شد و سپس به بازرسی نیروی انتظامی رفت. وی در دوران تحریم اقتصادی عراق مدتی مسئول خرید غیر و نفت کوره عراق و همچنین قاچاق نفت آن کشور بود. کودتای پایگاه هوایی شاهرخی. شبانگاه 9 جولای 1980 چند یگان از نیروهای ویژه هوابرد که ترکیبی از چتربازان حاضر در خدمت
و بازنشسته این نیرو به سوی پایگاه نیروی هوایی نوژه که در نزدیکی شهر همدان کبوتر آهنگ قرار داشت به حرکت درآمدند تا کودتایی را علیه رژیم نوبنیاد اسلامی تدارک ببینند. حکومت که از قبل از طرح کودتا آگاهی یافته بود، موفق شد بسیاری از چتربازان را که به پایگاه رسیده بودند دستگیر و چند صد نفر دیگر از آنها را در روزهای بعد بازداشت کند. دستگیر شدگان به سرعت محاکمه و بسیاری از آنها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. وحشت از اینکه یگانهای دیگر نظامی با کودتای نوژه در ارتباط باشند، رژیم را مجبور کرد دست به تصفیه‌های گسترده در بین ارتشیان بزند. اگرچه این تصفیه‌ها وسیع بودند، ولی در بین شرکت کنندگان در کودتای نوژه افراد بسیاری بودند که هرگز هویت آنها فاش نشد. زنده ماندند تا در فرصت دیگر به فعالیت‌های خود علیه رژیم اسلامی ادامه دهند. طرح کودتای نوژه از چند جهت بسیار مهم بود. نخست اینکه رده دوم رهبری آن از دو گروهی تشکیل شده بود که همواره در طی دهه‌های گذشته دو قطب سیاسی مخالف یکدیگر محسوب می‌شدند. این دو گروه عبارت از ارتشیان و نیروهای دموکرات و ملی بودند. اینکه در آن مقطع زمانی این گروه‌های مخالف توانسته بودند در یک چنین وسعتی به یکدیگر نزدیک و به همکاری با یکدیگر ترغیب شوند، نشانه فائق آمدن آنها بر بی‌اعتمادی بود که آنها در گذشته نسبت به یکدیگر داشتند. از طرف دیگر برخی معتقد بودند حکومت وقت عراق در ناکام ماندن این اقدام نظامی دست داشت، زیرا دستگیری و تصفیه نیروهای زبده نظامی ایران توسط رژیم اسلامی موجب تضعیف نیروهای مسلح ایران شد و این فرصت مناسبی بود که دولت وقت عراق از آن سود برده و حمله نظامی سپتامبر 1980 به ایران را تدارک ببیند. در فردای انقلاب فوریه 1978 پیروان تندروی آیت الله خمینی با اقدامی هماهنگ در صدد تضعیف مخالفان رنگارنگ خود برآمدند تا پایه‌های نظام اسلامی را هرچه سریعتر تثبیت کنند. آنها به سرعت مسئولین رژیم سابق را که هنوز موفق به خروج از کشور نشده بودند دستگیر کردند و در ماه مارس 1979 رفراندوم بحث انگیزی را برگزار کردند که در آن مردم فقط در مقابل دو آلترناتیو سیاسی حق انتخاب داشتند. جمهوری اسلامی با شیوه فریبکارانه آری یا نه شرایطی را فراهم کرد تا اکثر قریب به اتفاق مردم به جمهوری اسلامی رأی بدهند. پس از پایان رفراندوم زمان مناسب برای تعیین تکلیف با گروه‌ها و شخصیت‌های معتدل‌تر حکومت فرا رسید. نخستین تصفیه سیاسی علیه نیروهای معتدل حکومتی به حاشیه راندن نخست وزیر وقت مهدی بازرگان از صحنه سیاست و به انزوا کشاندن مرجع تقلید شیعیان آیت الله شریعت مداری در بین مردم بود. تندروها برنامه سرکوب دیگر گروه‌های مخالف را در دستور کار قرار دادند که بیم آن می‌رفت در استقرار و تداوم نظام اسلامی مشکلاتی را به وجود آورند. از جمله این گروه‌ها می‌توان از مجاهدین خلق، فداییان خلق و دیگر گروه‌های تندروی چپی نام برد که گفته می‌شد در به سرانجام رساندن انقلاب اسلامی نیز نقش بسزایی را ایفا کرده بودند. با توجه به گسترش سرکوب و به انزوا کشاندن گروه‌های مخالف، اسلامگرایان تندرو در صدد برآمدند تا با تصویب یک قانون اساسی جدید پایه‌های حکومت اسلامی را تحکیم بخشند. بنابراین در ژانویه 1980 با انتخاب اسلامگرای میانه‌رو ابوالحسن بنی صدر به مقام ریاست جمهوری رژیم اسلامی، مخالفان تندروی او موفق شدند در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مارس 1980 بیشترین کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند تا موقعیت سیاسی نخستین رئیس جمهور رژیم اسلامی را به چالش بکشانند. تندروهای حکومت صرفاً به پیروزی خود در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی بسنده نکردند. آنها کنترل رادیو و تلویزیون روزنامه‌ها، شبکه دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها و سپاه پاسداران را نیز در اختیار گرفتند. سپس تلاش کردند کنترل کامل نیروهای نظامی در کشور را که حدود 60% پرسنل آنها در طی شورش‌های اواخر سال 1978 متواری شده بودند را به دست گیرند. از آنجایی که احتمال می‌دادند افسران شاغل ارتش طرح کودتایی را علیه رژیم اسلامی تدارک ببینند، در نیمه اول سال 1979 85 افسر ارشد را از کار برکنار و به جوخه‌های اعدام سپردند. اما حکومت در مقابل خواست گروه‌های چپ که خواهان انحلال کامل ارتش بودند مقاومت کرد. دوره دوم تصفیه افسران ارتش در سپتامبر 1979 آغاز شد که در پی آن
80,000 افسر ارتش تا جولای 1980 از شغل خود منفصل و از ارتش اخراج شدند. افسران جوان و وظیفه که در دوران اوجگیری انقلاب اسلامی اقدام به تشکیل کمیته‌ها و پایگاه‌های نظامی در کشور کرده بودند، به تدریج جای خود را به نهادهای نظامی دادند که توسط گروه‌های مذهبی منتسب به آیت الله خمینی سازمان یافته بودند. این تحولات موجب تضعیف روحیه افسران شد که سخت نسبت به آینده خود و کشور بیمناک بودند. با گسترش هرچه بیشتر قدرت اسلامگرایان تندرو در دستگاه‌های دولتی، تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روز به روز رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت. به تدریج پاره‌ای از قوانین اسلامی در زمینه منع مشروبات الکلی، تنبیه دزدها و زنان روسبی به اجرا درآمد. حقوق زنان محدود و پوشش اسلامی اجباری شد. نظام آموزشی اسلامی شد. دارایی‌های مردم متمول، مصادره و سیستم توزیع درآمد تغییر کرد. روابط خارجی تغییر و به سیاست‌های آمریکا و برخی کشورهای همسایه به شدت حمله می‌شد. در نوامبر 1979 کارکنان سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شدند. دولت مردان جدید در صدد برآمدند انقلاب اسلامی را جهانی کنند تا جولای 1980 در پی تشدید بحران‌های داخلی و بین‌المللی رژیم اسلامی هزاران نفر از شهروندان ایرانی را دستگیر و حدود 800 تن را اعدام کرد. در چنین ناامنی اجتماعی، سرمایه‌های مالی از کشور خارج و جامعه با بحران بیکاری و تورم کمرشکن مواجه شد. همزمان همسایه جنوبی ایران، دولت عراق، با قدرت گرفتن صدام حسین بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی کشور محسوب می‌شد. بلافاصله پس از سقوط شاه، دولت عراق حمایت‌های خود از عرب‌های ایرانی و چریک‌های کرد و همچنین اعزام اوامر خود جهت بمبگذاری در داخل خاک ایران را آغاز کرد. به انضمام این اقدامات تحریکات مرزی از جمله عامل تیره‌تر شدن روابط بین دو کشور به حساب می‌آمد. در اکتبر 1979 رژیم اسلامی مطلع شد عراق در تدارک یک حمله گسترده نظامی به خاک ایران است. در سال 1980 تنش بین جمهوری اسلامی و عراق به واسطه سوء قصد یک عراقی ایرانی‌الاصل علیه جان طارق عزیز نخست وزیر وقت عراق بالا گرفت. به دنبال این حادثه دولت عراق دستور اعدام محمد باقر صدر که از نزدیکان خمینی و یکی از بزرگترین مراجع شیعه در عراق بود را صادر کرد. این بحران‌ها موجب شد تا دولت عراق اخراج دست جمعی 10,000 شیعه عراقی به ایران را به مرحله اجرا بگذارد. در ماه‌های بعد تصادم‌های مرزی به طور مرتب در سرحدات دو کشور رخ می‌داد. بسیاری از ناظرین وقوع جنگ را حتمی ارزیابی می‌کردند. جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا را مسبب این تنش می‌دانست و دولت عراق را عروسک خیمه شب‌بازی دست آمریکا و اسرائیل معرفی می‌کرد. وضعیت جنگی و تعمیق بحران بین ایران و عراق هرچه بیشتر موقعیت تندروها در حاکمیت را تحکیم می‌بخشید. در دسامبر 1979 75% از 20 میلیون ایرانی واجد شرایط در انتخابات به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. کمی بیش از نصف این تعداد به کاندیدهای اسلامگرایان میانه رو و تندرو در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در ژانویه و مارس 1980 رأی دادند. این وقایع نمایانگر این بود که رژیم اسلامی در بین اکثریت مردم مقبولیت خود را حفظ کرده بود. طبقات متوسط جامعه، کردها و دیگر گروه‌های اقلیت نسبت به سیر حوادث ایران سخت بیمناک بودند. نیروهای درون ارتش به واسطه شرایط موجود به شدت سرخورده شدند. بارانده شدن مهدی بازرگان و آیت الله شریعت مداری از صحنه سیاست، برخی از مخالفان رژیم اسلامی به حمایت از اسلامگرای میانه‌رویی چون بنی صدر روی آوردند. برخی دیگر هم از مجاهدین خلق حمایت کردند که به طور آشکارا از اسلامگرایان تندرو فاصله گرفته در صدد تدارک مقاومت مسلحانه علیه کل حاکمیت اسلامی بودند. تعدادی از آنها هم که به اسلامگرایان میانه‌رو و یا به گروه‌های چپ امیدی نداشتند، به کودتای نظامی و یا دخالت یک نیروی خارجی دل بستند تا با بسته شدن دفتر سیاسی جمهوری اسلامی شرایط بازگشت نظام سلطنتی و برقراری نظم و امنیت و دموکراسی به سبک غربی در ایران فراهم گردد. در یک چنین شرایط بحرانی، گروه‌های کوچکی از افسران نظامی و افراد غیر نظامی در داخل و خارج از کشور در اندیشه طرح براندازی نظام اسلامی با یکدیگر همپیمان شدند. تعدادی از این گروه‌ها از ایالات متحده آمریکا تقاضای کمک کردند که با پاسخ منفی روبرو شدند. شاپور بختیار در آخرین هفته‌های حکومت شاه
مقام نخست وزیری را پذیرفت تا مانع قدرتیابی اسلامگرایان شود. او پس از برکناری از سمت خود توسط روحانیون تا مدتی در ایران به صورت مخفیانه زندگی می‌کرد تا اینکه در جولای 1979 به پاریس رفت و نهضت مقاومت را علیه رژیم اسلامی بنیان گذاشت. او سپس برای دریافت کمک مالی و جذب افراد به نهضت مقاومت با بسیاری از ایرانیان تبعیدی تماس گرفت. جهت دریافت کمک‌های مالی بیشتر با آمریکاییان تماس برقرار کرد که درخواست کمک او از سوی آنها هم رد شد. هرچند سازمان سیا به روابط پنهانی با شاپور بختیار و تعدادی از هممسلکان او ادامه داد تا جایی که تلاش می‌شد برخی از اعضای سازمان شاپور بختیار در سیا عضوگیری شوند. در اوایل اکتبر همان سال شاپور بختیار موفق شد کمک‌های نقدی از ایرانیان پولدار در خارج از کشور و خواهر شاه اشرف پهلوی دریافت کند تا در پاریس یک مرکزیت سیاسی به وجود آورد و متعاقب آن روزنامه‌ای را در اروپا منتشر کند. در طول ماه‌های بعد با دولت عراق و برخی دولت‌های عربی در منطقه جهت دریافت کمک تماس برقرار کرد که در این راستا موفق به گرفتن کمک‌های مورد نظر خود شد. در ماه مهر با موافقت دولت عراق نهضت مقاومت موفق شد ایستگاه رادیویی در عراق دایر کند که امواج آن پهنه خاک ایران را پوشش می‌داد. با توجه به همه این امکانات و فعالیت‌ها شاپور بختیار به عنوان یک رهبر شاخص اپوزیسیون علیه نظام اسلامی مطرح بود. در پاییز 1979 ارتشبد غلامعلی اویسی با سرتیپ جواد معین‌زاده شبکه کوچکی از افسران نظامی در تبعید را تأسیس کرده بودند. در مارس 1980 تیمسار اویسی و تیمسار معین‌زاده به عراق رفتند تا در مورد امکانات مادی که دولت عراق در اختیار آنها می‌گذاشت مذاکره کنند. آنها کوشش کردند شبکه‌ای در داخل ایران به وجود آورند تا با تصرف بخشی از مناطق مرزی ایران پایگاهی برای به راه انداختن شورش در ایران به وجود آورند. آنها قصد داشتند از طریق پخش پیام‌های رمز رادیویی زمان آغاز قیام علیه رژیم اسلامی را برنامه‌ریزی کنند. در ماه مه 1980 اعلام شد این شبکه دارای 7000 کادر بازنشسته نظامی و 90,000 داوطلب آماده جهت اجرای عملیات نظامی علیه حکومت روحانیون می باشد. اگرچه می توان تردید داشت که این شبکه بیش از چند صد عضو داشته باشد. ناخدا شهریار شفیق فرزند اشرف پهلوی که یکی از افسران سابق نیروی دریایی ایران بود، طرح حمله نظامی از راه زمین و دریا را تدوین کرد، ولی او در دسامبر 1979 در پاریس توسط فرستادگان نظام جمهوری اسلامی به قتل رسید. میگویند سرتیپ جواد معین‌زاده برادر هوشنگ معین‌زاده در ترتیب برخی از قتل‌ها شرکت داشت. به دنبال همه این تحولات سپهبد عزیزالله پالیزبان با تیمسار اویسی تماس برقرار کرد. تیمسار پالیزبان موفق شد در کنار دیگر اقدامات امیران ارتش گروه کوچکی از چریک‌های کرد را گرد خود جمع‌آوری کند. تیمسار بهرام آریانا نیز سازمانی به نام آزادگان را در مرز ایران و ترکیه به وجود آورد تا در موقع مقتضی و هماهنگ با دیگر شبکه‌های نظامی وارد عملیات شوند. در پاییز 1979 خمینی و دیگر سران حکومت اسلامی اغلب با اخطارهایی در خصوص دسیسه‌ها و توطئه‌ها علیه حکومت اسلامی هشدار می‌دادند و از آن در جهت مشروعیت بخشیدن به اعمال تندروانه و تشدید جو هیستری که در حال شکل‌گیری بود سود می‌جستند. دانشجویان پیرو خط امام در نوامبر 1979 سفارت امریکا در تهران را به اشغال خود درآوردند. آنها از آن جهت مبادرت به این کار کردند که بعضاً باور داشتند که سازمان سیا قصد دارد نمونه کودتای 28 مرداد در 1953 را در ایران به راه بیاندازد. در طول ماه‌های بعد دانشجویان مستقر در سفارت امریکا مدارکی داله بر طرح مشترک میانه‌روها و کارمندان سفارت مبنی بر اقداماتی علیه موجودیت نظام اسلامی در ایران را منتشر کردند. در همین رابطه دوباره تعدادی دستگیر و دست کم 2 تن اعدام شدند. زمانی که طرح کماندوهای آمریکایی در آوریل 1980 در صحرای طبس برای نجات گروگانها با شکست مواجه شد، بسیاری باور داشتند سررشته این عملیات با همکاری برخی از نیروهای داخلی تنظیم شده بود.
در ماه‌های بعد رهبران نظام با صدور اعلامیه‌ها و حتی تشکیل کمیته مخصوص بررسی و تحقیق در مورد حوادث موجود به تشدید فضای هیستریک حاکم بر کشور دامن زدند. در همین ایام بسیاری از افراد مشکوک در ارتش دستگیر و تصفیه شدند، اگرچه آنها هیچ نقشی در عملیات نداشتند. در ماه‌های مه و ژوئن 2 طرح کودتا مربوط به تیمسار اویسی کشف و خنثی شد. تعدادی از پرسنل ارتش در همین رابطه دستگیر شدند. اندکی قبل از کودتای نوژه، بنی صدر رئیس جمهور ادعا کرد تا آن موقع 6 طرح کودتا کشف شده. در چنین وضعیت بحرانی، رهبران کودتای نوژه شروع به فعالیت کردند. رئیس بخش نظامی طرح سرهنگ محمد باقر بنی آمری بود که در اوایل سال 1978 از ژاندارمری بازنشسته شده بود. او از مخالفان سرسخت اسلامگرایان تندرو و خواستار بازگشت نظام سلطنتی به ایران بود. پس از او رفیق صمیمی‌اش سرهنگ عطاالله بای احمدی، افسر سابق ضد اطلاعات، قرار داشت که پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 جهت انجام کودتایی علیه رژیم روحانیون با سرهنگ محمد باقر بنی آمری همکاری نزدیکی را آغاز کرد. آنها قصد داشتند از شاه تقاضای کمک کنند. بنابراین سرهنگ بای احمدی مخفیانه ایران را برای تماس با شاه ترک و عازم اروپا شد. همزمان بنی آمری با تعدادی از افسران بازنشسته و شاغل جهت تدارک کودتا تماس و در همان آغاز موفق شد گروهی متشکل از 6 تا 8 تن را در تابستان 1979 گرد خود جمع کند. در بهار و تابستان 1979 سرهنگ بای احمدی به مصر، مراکش، باهاما و مکزیک سفر کرد تا با شاه ملاقات کند که همه این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. در اوت 1979 سرهنگ بای احمدی از طریق سرلشکر هوایی امیر فضلی مطلع شد که شاپور بختیار برای مقابله با رژیم اسلامی در حال سازماندهی و بسیج نیروست. بای احمدی با شاپور بختیار ملاقات کرد و درباره تلاش‌های سرهنگ بنی آمری با او صحبت کرد. شاپور بختیار خواستار دیدار با بنی آمری شد که در پی آن بنی آمری در سپتامبر 1979 به پاریس سفر کرد. به دنبال چند نشست شاپور بختیار و بنی آمری با یکدیگر توافق کردند که بنی آمری مسئولیت سازماندهی نیروهای درون مرزی را به عهده بگیرد و شاپور بختیار مسئول امور مالی و برقراری تماس‌های لازم جهت دریافت کمک از دولت‌های خارجی گردد. در همین رابطه شاپور بختیار پیش از بازگشت بنی آمری به ایران مقدمات تماس او با ابوالقاسم خادم رهبر حزب مردم ایران و یکی از دوستان صمیمی‌اش را فراهم آورد. خادم مبلغ 300,000 تومان معادل $30,000 از جانب شاپور بختیار به بنی آمری داد تا او تشکیلات نظامی مخفی به نام نظامیان وطن پرست ایران را سازمان دهد و خادم در خارج از کشور سازمان دهنده یک شاخه غیر نظامی باشد. سرهنگ بای احمدی و تیمسار امیر فضلی به مثابه مشاوران نظامی شاپور بختیار و کانال ارتباطی با بنی آمری در پاریس باقی ماندند. جواد خادم پسر ابوالقاسم خادم که از وزرای دولت شاپور بختیار بود در پاریس ماند تا با کمک شاپور بختیار شاخه غیر نظامی را متشکل کند. او ترتیبی داد که دوستش رضا مرزبان در داخل ایران به پدرش در سازماندهی شاخه غیر نظامی نهضت یاری رساند. در طول ماه‌های بعد تا مارس 1980 بنی آمری موفق شد جهت پیشبرد طرح کودتا حدود 300 تن را حول سازمان نوپا گرد هم آورد. برای رعایت مسائل امنیتی بنی آمری و دیگر رهبران گروه نوپا از نام مستعار استفاده کردند و به نوپا ساختاری متشکل از سلول‌های مستقل از یکدیگر دادند، به این صورت که در هر گروه تنها چند عضو آن گروه همدیگر را می‌شناختند. در بین افراد جذب شده به گروه نوپا 2 افسر شاغل اطلاعاتی وجود داشتند که به پرونده‌های پرسنل نظامی دسترسی داشتند و می‌توانستند سابقه افراد را که مستعد همکاری و یا برعکس از طرفداران انقلاب اسلامی و غیر قابل اعتماد بودند افشا کنند. بنی آمری توانست 2 تن از اعضای شاخه اطلاعات سپاه پاسداران را جذب کند که او را از اقدامات حکومت در افشای طرح‌های ضد رژیم باخبر کردند. در همین دوران بختیار معادل 2 میلیون تومان بابت اجاره خانه‌های امن، هزینه‌های سفر، ارتباطات خرید اسلحه و ماشین و کامیون به بنی آمری داد تا شروع به تهیه سلاح سبک و مهمات که از طریق
خریداری آنها در بازار سیاه و یا سرقت از انبارهای نظامی صورت می‌گرفت اقدام نماید. مصادف با این تلاش‌ها دو غیر نظامی دیگر به نام‌های سعید تیموری و پرویز شیبانی اقدام به فراهم آوردن امکانات نظامی علیه جمهوری اسلامی کردند. تیموری یک شرکت بزرگ مهندسی را اداره می‌کرد و شیبانی نیز دیپلمات وزارت امور خارجه بود. هر دوی آنها پیش از انقلاب هرگز کار سیاسی نکرده بودند، ولی پس از سقوط شاه هر دو به حزب ایران که پلتفرمی سکولار و ملی دموکراتیک داشت پیوستند. آنها به مرور از افزایش قدرت اسلامگرایان تندرو بیمناک شده و به سوی افراد فعال در حزب ایران از جمله خادم جذب شدند، اگرچه آنها هیچ اطلاعی از طرح کودتای بنی آمری و حزب ایران نداشتند. تیموری اقدام به سازماندهی تشکیلاتی در جهت ایجاد یک شورش عمومی علیه رژیم اسلامی کرد. همزمان در مارس 1980 برای دست یافتن به یک کرسی در مجلس اسلامی به بسیج نیرو پرداخت. از سوی دیگر شیبانی همراه با خادم و چند تن دیگر به نفع شاپور بختیار به فعالیت‌های مخفی روی آوردند. آنها توزیع کاست‌های سخنرانی شاپور بختیار و شعارنویسی بر روی دیوارهای پایتخت را به عنوان بخشی از فعالیت‌های تبلیغاتی آغاز کردند. در همین دوران او با بنی آمری و ستوان خلبان ناصر رکنی که مشغول سازماندهی تشکیلات مخفی در نیروی هوایی بودند ملاقات کردند. ابوالقاسم خادم و مرزبان که پیشرفت اندکی در سازماندهی شاخه غیر نظامی داشتند، در فوریه و مارس 1980 دستگیر شدند. همزمان شاپور بختیار به پرویز قادسی سرکرد سابق که به تازگی شبکه کوچکی به نام نجات قیام ایران بزرگ یا سازمان نقاب را تأسیس کرده بود نزدیک شد. شاپور بختیار از قادسی خواست تا مسئولیت شاخه غیر نظامی را به عهده بگیرد. در اواخر مارس 1980 جواد خادم ترتیب ملاقاتی را بین قادسی و شیبانی فراهم آورد. آنها تصمیم گرفتند تحت نام سازمان نقاب با یکدیگر همکاری کنند. شیبانی پیشنهاد پیوستن تیموری به سازمان نقاب را داد و قادسی این امر را پذیرفت. سپس قادسی و تیموری جزئیات طرح براندازی نظام اسلامی را تنظیم کردند و به جستجوی افراد همفکر برای عضویت در نهضت پرداختند. شیبانی پیشنهاد دعوت از بنی آمری و رکنی برای سازماندهی شاخه نظامی نقاب را داد. بنی آمری با پیشنهاد فوق موافقت کرد تا سازمان نوپا و نقاب در یکدیگر ادغام شوند. در همین رابطه برای جذب افراد بیشتر و توسعه بخش نظامی، بنی آمری و رکنی همکاری با یکدیگر را آغاز کردند. رهبران گروه نقاب قصد داشتند جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و حکومت موقتی به رهبری شاپور بختیار را تا برگزاری رفراندومی جهت انتخاب نوع نظام جدید ایران تشکیل دهند. برخلاف رفراندوم ماه مارس 1979 که جمهوری اسلامی مردم را در مقابل دو آلترناتیو سیاسی جمهوری اسلامی آری یا نه قرار داده بود. رهبران جدید سازمان نقاب قصد داشتند پس از جمهوری اسلامی با توجه به گرایش‌های گوناگون درون اپوزیسیون حق انتخاب نوع نظام سیاسی اعم از سلطنت، جمهوری اسلامی، جمهوری سکولار دموکراتیک و یا هر نوع نظام دیگری را به مردم بدهند. نقاب بدون از سوی کمیته مرکزی متشکل از بنی آمری، شیبانی، قادسی و تیموری رهبری میشد. سپس سیروس ادیب از حزب ایران و دوستان جواد خادم، یحیی فیروزی و مهران کلبادی نیز به کمیته مرکزی پیوستند. در آن زمان سازمان نقاب دارای 3 شاخه بود که هر شاخه آن ساختاری متشکل از سلول‌های منفک از یکدیگر را داشت. شاخه نظامی نوپا توسط شورای نظامی تحت رهبری بنی آمری، سرتیپ خلبان آیت الله محققی، سپهبد سعید مهدیون، سرهنگ پیاده هادی ایزدی، سروان پیاده حسن گوهری، سرگرد پیاده کوروس آذرتاش و یک فرمانده مسئول امور شهربانی که هویت او مخفی ماند اداره میشد. شاخه غیر نظامی متشکل از کمیته‌ای برای جذب اعضای جدید به رهبری تیموری و شیبانی و کمیته دیگری برای تهیه اطلاعات به رهبری یحیی فیروزی، کمیته‌ای برای توزیع اطلاعات به رهبری ادیب و کمیته‌ای برای برقراری ارتباط با بعضی از رهبران ایلات و بازاریان به رهبری قادسی به وجود آمد. سومین شاخه نقاب وظیفه تدارک امکانات مالی به انضمام خرید سلاح، ماشین و خانه‌های امن را به عهده گرفت.
این شاخه از سوی منوچهر قربانیفر که صاحب یک شرکت کشتیرانی بود و شاپور بختیار معرف او به گروه نقاب بود هدایت می‌شد. بنی عامری و قادسی توسط تلفن با دفتر شاپور بختیار در ارتباط بودند. مقر نقاب در دفتر شرکت مهندسی تیموری قرار داشت. در همین زمان شاپور بختیار با چندین دولت خارجی جهت دریافت کمک در تماس بود. اصلی ترین این تماس‌ها با دولت عراق بود که تقریباً امور مالی، لوجستیکی و یا دیگر امکانات پشتیبانی جز سلاح را تأمین می‌کرد. علاوه بر آن شاپور بختیار تماس خود با ایالات متحده آمریکا را از طریق رابطه خود که عضو سازمان سیا بود حفظ کرده بود. اگرچه هرگز او نکته‌ای را در رابطه با کودتای نوژه به واسطه ترس آمریکاییان از به خطر افتادن جان گروگان‌های آمریکایی در تهران به میان نیاورد. با این وجود در اوایل سال 1980 یک بار شاپور بختیار از رابطه خود پرسش کرد که آیا ممکن است آمریکاییان چند فروند هلیکوپتر در اختیارش بگذارند که با پاسخ منفی روبرو شد. اما به دنبال این تقاضا آمریکاییان متوجه شدند که شاپور بختیار در اندیشه انجام کودتایی علیه جمهوری اسلامی است. شاپور بختیار هرگز در رابطه با کودتای نوژه کمک مالی از آمریکا دریافت نکرد، ولی همیشه در عباراتی کلی به بنی عامری وانمود می‌کرد او پشتیبانی آمریکاییان در اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را دارد. به همین خاطر بنی عامری همیشه تصور می‌کرد آمریکا در حال تدارک پشتیبانی مالی از طرح کودتای نوژه است و برای انجام عملیات کودتا چراغ سبز نشان داده است. همزمان شاپور بختیار تلاش می‌کرد با دولت‌های اسرائیل، بریتانیا و فرانسه تماس‌هایی را برقرار کند، ولی هیچ مدرک مستندی دال بر حمایت این دولت‌ها از طرح کودتای نوژه وجود نداشت. بنی عامری پس از تأسیس سازمان نقاب به فرانسه سفر کرد تا نقشه کودتا را با شاپور بختیار، بای احمدی و امیر فضلی در میان بگذارد. شاپور بختیار نقشه را تایید و موافقت کرد تا 12 میلیون تومان دیگر جهت تأمین هزینه‌های باقی مانده از جمله کمک مالی به خانواده‌های شرکت کننده در عملیات، مبالغی به رؤسای ایلات و یا خرید انواع خودروهای مورد نیاز پرداخت کنند. شاپور بختیار کوشش می‌کرد بنی عامری را ترغیب کند با اجرای یک رشته عملیات بمبگذاری که تلفات به همراه نداشته باشد در سطح شهر هرج و مرج ایجاد کند تا شرایط کودتا تسهیل شود. از سوی رابطه‌های عراقی شاپور بختیار را تشویق به این کار می‌کردند که متعاقب آن شاپور بختیار تلاش می‌کرد قرار ملاقاتی را بین بنی عامری و افسر اطلاعات عراقی در پاریس ترتیب دهد. بنی عامری به یک دلیل مشخص با این فکر مخالفت می‌کرد که بمبگذاری‌ها حکومت اسلامی را هوشیار خواهد کرد. شاید این به کشف طرح کودتا توسط رژیم گردد. بالاخره شاپور بختیار و افسر اطلاعاتی عراقی پذیرفتند هیچ بمبگذاری در رابطه با کودتای نوژه صورت نگیرد. پس از بازگشت بنی عامری به ایران، او موفق شد بین 700 تا 750 نفر دیگر از شاغلین و افسران کادر بازنشسته ارتش را جذب کند. ظاهراً افراد نظامی دیگری قول داده بودند به محض آغاز عملیات جملگی به کودتا بپیوندند. تیموری و شیبانی همچنان در جهت جذب افراد غیر نظامی تلاش می‌کردند که تا آن لحظه آنها موفق شده بودند صدها تن در تهران و حدود 200 تا 300 تن دیگر را در نقاط مختلف کشور به صفوف خود ملحق کنند. رهبران نقاب محتاطانه به 3 شخصیت برجسته سیاسی و مذهبی دیگر در رابطه با کودتا نزدیک شدند. ظاهراً آیت الله شریعت مداری موافقت کرده بود از کودتا حمایت کند. حتی متن سخنرانی را در جهت پشتیبانی از این اقدام ضبط کرد تا در صورت موفقیت از طریق رادیو و تلویزیون پخش شود. احمد مدنی دریادار بازنشسته که در مقام وزیر دفاع و فرماندار خراسان در دولت بازرگان انجام وظیفه می‌کرد، پذیرفت که از طرح کودتا حمایت کند، اگرچه او باور داشت نظام اسلامی هنوز محبوب‌تر از آن است که بشود آن را از طریق یک اقدام نظامی برانداخت. یحیی فیروزی که از بستگان مسعود رجوی بود، طرح کودتا را با رجوی در میان گذاشت. او به طور کلی این تلاش را رد کرد. در اوایل ماه جولای، کمیته مرکزی نقاب تصمیم گرفت عملیات را در 9 جولای آغاز کند. 1-2 روز قبل از شروع عملیات به شرکت کنندگان نظامی اطلاع داده شد کجا و چه زمانی همدیگر را ملاقات کنند. آنها موافقت کردند جزئیات کار را برای دیگر شرکت کنندگان در طرح، چه آنهایی که در ایران بودند و چه آنهایی که در خارج بودند، تا زمانی که عملیات آغاز نشده آشکار نکنند. در هفته‌هایی که قبل از 9 جولای از دسته‌های قبایل خواسته شد تا در مناطق مختلف کشور شورش‌هایی را ترتیب دهند
تا واحدهای سپاه پاسداران از پایتخت به مناطق ایلنشین اعزام و از تهران دور شوند تا اجرای عملیات کودتا تسهیل گردد. این ایلات عبارت بودند از بختیاری‌ها، بویراحمدی‌ها، بلوچ‌ها و قشقایی‌ها که توسط بنی عامری، قادسی و رکنی جذب شده و در مقابل خدماتشان مبالغی هم دریافت کرده بودند. شاپور بختیار هم از دولت عراق خواسته بود همزمان با آغاز شورش ایلات در نقاط مختلف مرزی اقدام به حملات نظامی انحرافی به خاک ایران داشته باشند، در حالی که او در این خصوص هیچ نکته‌ای را با رهبران گروه نقاب در میان نگذاشته بود. بدین ترتیب در شب 9 جولای پس از گمراه کردن سپاه پاسداران و اعزام آنها به مناطق ایلنشین، قرار شد تیمی متشکل از 300 چترباز شاغل و بازنشسته ساکن تهران به فرماندهی سرگرد آذرتاش در دسته‌های کوچک به سمت پایگاه هوایی شاهرخی نوژه به حرکت درآیند تا این مرکز نظامی را به تسخیر خود درآورند. برنامه‌ریزی کرده بودند به طور همزمان حدود 20 خلبان نیروی هوایی به فرماندهی تیمسار محققی و ستوان رکنی همدیگر را در پارک لاله تهران ملاقات کنند تا از آنجا به سوی پایگاه نوژه حرکت کنند تا به 30 خلبان دیگر که در آنجا در انتظار آنها بودند ملحق شوند. این خلبان‌ها بنا داشتند با در اختیار گرفتن جنگنده‌های F4 و F5 در پایگاه نوژه در سحرگاه تاریخ مقرر شده مکان‌های مشخصی را بمباران کنند که از جمله این اهداف بیت خمینی، مدرسه فیضیه قم، ستاد دادگاه انقلاب، دفتر نخست وزیری، مرکز اطلاعات سپاه پاسداران، چندین مرکز فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب در تهران، باندهای پرواز نیروی هوایی در پایتخت و چند شهر دیگر بودند. بیت رهبری، مدرسه فیضیه قم و ستاد دادگاه انقلاب به لحاظ سمبولیک مراکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند که انهدام آنها می‌توانست موجب تضعیف روحیه هواداران رژیم شود. برای اطمینان خاطر از مرگ خمینی قرار بود 3 هواپیمای نظامی منزل مسکونی او را بمباران کنند. پایگاه‌های سپاه پاسداران و مراکز کمیته‌ها هدف‌های بعدی محسوب می‌شدند، چرا که تشخیص داده شده بود عمده نیروهای نظامی رژیم از این مراکز سازماندهی و بسیج خواهند شد. رهبران عملیات ارزیابی کرده بودند امکان دارد اکثر پرسنل نیروی هوایی به حمایت از آنها شورش کنند، اما برای اطمینان خاطر در نظر گرفته شده بود باندهای نیروی هوایی بمباران شوند تا احیانا نیروهای وفادار به رژیم نتوانند مانع پیشروی عملیات شوند. علاوه بر آن، قرار بود تعدادی هواپیما در پایگاه نوژه باقی بمانند تا در صورت حمله از سوی واحدهای هوایی یا زمینی طرفدار رژیم از پایگاه نوژه دفاع کنند. بر اساس طرح از پیش تنظیم شده قرار بود زمانی که هواپیماهای پایگاه نوژه به آسمان پایتخت رسیدند، دیوار صوتی را به عنوان آغاز عملیات بشکنند و از آن سو سرهنگ ایزدی همراه با افراد خود در تهران آماده دریافت این علامت برای شروع عملیات بعدی باشد. تیمی متشکل از 200 تن از کماندوهای شاغل و منفصل از ارتش به فرماندهی سروان حسن گوهری میبایست با آغاز عملیات مرکز تلویزیون در تهران را که توسط 60 نفر کنترل میشد به تصرف خود درآورند. آنها قرار بود با استفاده از اونیفرم رسمی ارتش وانمود کنند که قصد دارند ایستگاه تلویزیون را در مقابل حمله کودتاگران محافظت کنند. تیم مشابهی متشکل از 20 نفر قرار بود ایستگاه رادیو را به بهانه مقابله با کودتاچیان تحت کنترل خود درآورند. تیم کماندویی متشکل از 50 نفر میبایست به بیت خمینی وارد میشدند و به زندگی او در صورت زنده ماندنش پایان میبخشیدند، چرا که خمینی نماد موجودیت جمهوری اسلامی محسوب میشد. دیگر واحدهای نظامی میبایست تمام رهبران نظام اسلامی را بدون آنکه آسیبی به آنها وارد شوند دستگیر میکردند. از جمله اهداف بعدی این بخش از طرح تصرف مخابرات و وزارتخانه‌های کلیدی رژیم بود. همزمان با انجام این عملیات قرار بود واحدهای مسلح لشکر 1 محل‌های استراتژیک مهم رژیم در پایتخت را به تسخیر خود درآورند و واحدهای مسلح پادکان جی و فرودگاه مهرآباد را تحت کنترل خود بگیرند. در نظر گرفته شده بود واحدهای پلیس هر نوع تجمع اعتراضی در دفاع از رژیم را که از جانب سپاه پاسداران و یا کمیته سازماندهی میشد سرکوب کنند. هلیکوپترهای پادکانجی میبایست در تمامی این درگیری‌ها دخالت مستقیمی داشتند. بنی عامری ترتیبی داده بود تا 200 نفر از بزن بهادرها و 1000 زن از جنوب شهر تهران به سوی قسمت‌های مرکزی شهر راهپیمایی کنند تا با سر دادن شعارهای ضد رژیم دیگر گروه‌های معترض را به مبارزه علیه حکومت فراخوانند.
او دستور داده بود تا واحدهای نظامی شهر را تسخیر و هر تظاهرات دیگری را سرکوب کنند. بعد از تسخیر رادیو و تلویزیون قرار بود اعضای غیر نظامی گروه نقاب از طریق این رسانه عمومی اعلام حکومت نظامی کنند. اعلام حکومت نظامی به معنای آغاز فعالیت‌های دیگر گروه‌های وابسته به طرح کودتای نوژه در سراسر کشور بود. لشکر اهواز به اتفاق واحدهای نیروی دریایی میبایست تأسیسات نفتی و پادگان نیروی هوایی دسپور را تسخیر می‌کرد. سرهنگ بنی عامری در نظر داشت در صورت ناموفق بودن عملیات در تهران با در اختیار گرفتن پادگان هوایی دسپول و اهواز بخش بزرگی از جنوب ایران را به صورت پایگاه نظامی علیه حکومت مرکزی جهت تصرف تهران و دیگر قسمت‌های ایران مورد بهره برداری قرار دهد. برنامه ریزی شده بود زمانی که واحدهای نظامی کنترل کامل پایتخت را به دست گرفتند، شاخه غیر نظامی گروه نقاب شروع به پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهت برقراری نظم در کشور کند. کمیته اطلاعات در نظر گرفته بود از مردم بخواهد در هنگام آغاز عملیات و موفقیت آن با آرامش در خانه‌های خود باقی بمانند. از بازرگانان و بازاری‌ها درخواست شود مانند گذشته به کار و کسب عادی خود در سطح کشور ادامه دهند. از سوی دیگر از سپاه پاسداران و پرسنل امنیتی رژیم خواسته شود به گروه رهبری عملیات علیه رژیم بپیوندند. این برنامه‌ها به انضمام پخش سخنرانی آیت الله شریعت مداری میبایست به طور مرتب از رسانه‌های گروهی پخش می‌شدند. قرار بود هواپیماها و هلیکوپترها در تهران با پخش اعلامیه‌هایی از مردم بخواهند از هیاهو در خیابان‌ها پرهیز کنند تا اعضای گروه نقاب با کنترل کامل وزارتخانه‌های مهم آنها را به ادامه کار عادی وادارند. قرار بود تلفن بعضی از مناطق شهر قطع شود و تیمی از پرسنل پزشکی گروه نقاب به کمک زخمی‌ها بشتابند. اعضای شاخه غیر نظامی گروه نقاب در قسمت‌های دیگر کشور قصد داشتند همزمان عملیات مشابهی را انجام دهند. همچنین قرار بود شاپور بختیار چند روز بعد به ایران بازگردد و رهبری کابینه موقت را به عهده بگیرد که عمده اعضای این دولت موقت از بین گروه نقاب و شورای نظامی تشکیل می‌شد. پس از برقراری نظم، یک همه‌پرسی عمومی در سطح کشور برگزار می‌شد تا مردم با آرای خود نظام دلخواه سیاسی خود را برگزینند. از سوی دیگر، افراد دستگیر شده حکومت به طور عادلانه و با نظارت مراجع قضایی بین المللی محاکمه می‌شدند. در شامگاه 9 جولای چتربازهایی که قرار بود پایگاه هوایی نوژه را به تصرف خود درآورند، به دهکده کوچکی که در نزدیکی مدخل پایگاه نوژه قرار داشت رسیدند. اما در ساعت 10 شب گروه کوچکی از سپاه پاسداران همدان که از ورود چتربازها به محل آگاهی یافته بودند، در کمین دستگیری چتربازها منطقه را محاصره کردند. به زودی گروهی دیگر از سپاهیان از شهر ساوه به عنوان نیروی کمکی به منطقه اعزام شدند. در همان شب طی یک عملیات برق‌آسا حدود 50 تا 60 تن از چتربازها توسط سپاه پاسداران دستگیر شدند که در بین دستگیر شدگان سرگرد پیاده کوروس آذرتاش که قرار بود حمله به پایگاه را فرماندهی کند و مربی چتربازی به نام محمد مهدی حیدری که بسیاری از چتربازان را به عملیات جذب کرده بود از جمله دستگیر شدگان بودند. سرهنگ بنی عامری که قرار بود کل عملیات را از پایگاه نوژه رهبری کند، در هنگام ورود به منطقه اطلاع یافت که گروه بزرگی از چتربازان در محاصره کامل نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و گروهی دیگر از آنها دستگیر شدند. سرهنگ بنی عامری پس از اطلاع از دستگیری چتربازان اعزامی به سرعت از محل دور شد. علیرغم شلیک رگبار گلوله سپاهیان به سوی او از مهلکه جان سالم به در برد. پاسداران بلافاصله آذرتاش و حیدری را تحت بازجویی قرار دادند. یک یا چند تن از این افراد احتمالاً زیر شکنجه اسامی دیگر شرکت کنندگان را افشا کردند. خلبان‌هایی که قرار بود از تهران به پایگاه نوژه اعزام شوند در پارک لاله در تهران تجمع کرده بودند تا با خودروهای سواری و اتوبوس به سوی قهوه‌خانه‌ای در نزدیکی پایگاه حرکت کنند. در آنجا قرار بود پس از ملاقات با 2 تن از تکنسین‌های نیروی هوایی به گودال ماسه‌ای در نزدیکی در ورودی پایگاه نوژه اعزام شوند. تکنسین‌ها احتمالاً به دلیل محاصره جاده‌های اطراف توسط سپاه پاسداران که به پایگاه منتهی می‌شد، به محل ملاقات نرفتند. بدین خاطر خلبان‌ها صبح زود بدون آنکه مطلع شوند در شب قبل چتربازها دستگیر شدند، به تهران بازگشتند. از آنجایی که دیوار صوتی برای آغاز عملیات در پهنه آسمان تهران شکسته نشده بود،
دیگر بخش‌های طرح عملیات اجرا نشد. سروان رکنی که از جزئیات اصلی طرح کودتا با خبر بود، هنگام بازگشت به تهران در مقابل درب منزل خود توسط پاسداران دستگیر شد. گفته شد او به دلیل افشای اطلاعاتی که از سوی برخی چتربازان به بیرون درز کرده بود، در دام مأمورین رژیم اسیر شد. او احتمالاً تحت شکنجه‌های شدید ناچار شده بود اطلاعات بیشتری را در خصوص طرح کودتای نوژه در اختیار سپاه پاسداران قرار دهد. بر این اساس و بازجویی‌های بعدی 284 تن از شرکت کنندگان در طرح عملیات نوژه توسط سپاه پاسداران دستگیر شدند که بخشی اصلی آنها عبارت بودند از چتربازان، 30 خلبان، پرسنل پشتیبانی نیروی هوایی، بین 10 تا 12 کماندو از تهران، حدود 20 تا 30 افسر لشکر زرهی اهواز، یک افسر پایگاه نظامی زاهدان، چندین نفر از افراد ایلات بختیاری و بین 20 تا 30 نفر از غیر نظامیان که مسئولیت‌های کوچکی در طرح داشتند. تمام اعضای شورای نظامی به جز سرهنگ بنی آمری و فرمانده پلیسی که مسئولیت برقراری نظم در سطح شهر تهران را به عهده داشت دستگیر شدند. 10 تن از دستگیر شدگان بلافاصله به قتل رسیدند. در بین دستگیر شدگان صدها افراد نظامی و غیر نظامی همراه با 250 افسر شاغل و غیر شاغل لشکر اهواز که هیچ دخالتی در طرح کودتای نوژه نداشتند مشاهده میشد. البته در اینجا میبایست به این نکته اشاره کرد که بین 700 تا 750 شرکت کننده نظامی و 300 تا 400 غیر نظامی که در طرح کودتای نوژه شرکت داشتند هرگز شناسایی و دستگیر نشدند. لازم است اشاره شود که تنها معدودی از آنها 200 کماندو به علاوه سروان حسن گوهری افسر لشکر 1 تهران، سرهنگ ایزدی و افسر دیگری از زاهدان جزء دستگیر شدگان بودند. اما هیچ یک از پرسنل پادگان جی تهران، پادگان اصفهان و مشهد، پلیس نیروی دریایی و افراد غیر نظامی گروه نقاب شناسایی و بازداشت نشدند. در نتیجه برخی از خلبانان و چتربازهای شرکت کننده در عملیات از لشکر اهواز از مهلک جان سالم به در بردند. ساختار سلول‌های منفک نقاب مانع از شناسایی بسیاری از شرکت کنندگان شد و موجب گردید تا دیگران پیش از آن که گرفتار آیند بتوانند مخفی شوند. در روزهای بعد از سرکوب نوژه، رهبران حکومت چگونگی کشف طرح کودتا را از طریق رسانه‌های جمعی رسما توضیح دادند. در سال 1989 کتابی تحت عنوان نوژه با جزئیات بیشتر درباره طرح کودتای نوژه توسط رژیم منتشر شد. مطالب این کتاب و دیگر گزارش‌های حکومتی اعلام کردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از وقوع حادثه اطلاعات دست و پا شکسته‌ای را در خصوص اجرای طرح کودتای نوژه از سوی حزب توده دریافت کرده بودند. بر اساس یکی از همین گزارش‌ها قرار بود ابتدا عملیات در اواخر ماه ژوئن به مرحله اجرا گذاشته شود، اما به دنبال دستگیری حدود 10 تا 20 نفر از شرکت کنندگان در طرح، عملیات متوقف و به ماه جولای منتقل شد. کتاب نوژه هیچ اشاره‌ای به علل تغییر زمان اجرای عملیات کودتای نوژه نمی‌کند، اما به ارزیابی نیروهای امنیتی رژیم که گمان می‌کردند عملیات کودتا قرار بود 2 تا 4 هفته پس از 9 جولای به مرحله اجرا گذاشته شود تاکید دارد. در گزارش دیگری آمده است که در سحرگاه 9 جولای وقتی که یکی از خلبان‌های مستقر در تهران در منزل امام جمعه تهران حجت الاسلام علی خامنه‌ای او را از جزئیات طرح کودتای نوژه مطلع کرد، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم آگاهی یافتند که برای خنثی کردن کودتا میبایست تدابیر لازم را به کار ببندند. یا اشاره شده است چند ساعت بعد از تماس خلبان مزبور با امام جمعه تهران، یکی از افسران غیر شاغل در کودتا طرح عملیات نوژه را در اختیار کمیته چیهای تهران گذاشت. بر اساس استدلال‌های موجود در کتاب نوژه ادعا می‌شود افشا و سرکوب طرح عملیات نوژه متکی بر اطلاعات مهمی بود که خلبان مزبور در تماس با امام جمعه تهران در اختیار او گذاشت. با این وجود بنا به گزارش‌های اعلام شده در جولای 1980 طرح کودتا هرگز تهدید جدی محسوب نمی‌شد. نیروهای امنیتی حکومت از ابتدا افراد را تحت نظر داشتند و به راحتی آن را در 9 جولای متوقف کردند. در همین گزارش نیز اشاره شده است که ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، عراق و گروه‌های مختلف اپوزیسیون به طور گسترده در عملیات نوژه درگیر بودند. البته در خصوص این موضوع هیچ مدرک مستدلی ارائه داده نشد. رهبران جان به دربرده گروه نقاب در رابطه با شکست کودتا توضیحات دیگری دادند.
آنها این ادعا که اصلا قرار بود کودتا زودتر اجرا شود و تعدادی از شرکت کنندگان در ژوئن دستگیر شدن را رد کردند. بنا به استدلال آنها اگر یکی از خلبانها در سحرگاه 9 جولای طرح کودتا را فاش کرده بود، نیروهای امنیتی رژیم حداقل 12 ساعت وقت داشتند تا عکس‌العمل نشان دهند. آنها می توانستند جهت دستگیری خلبانها و چتربازان اعزامی به پایگاه نوژه اقدامات قاطعانه‌تری به کار گیرند. پس از مطرح شدن همه این تئوری‌ها، بعدها رهبران کودتا بررسی جامع‌تری در مورد علل شکست کودتای نوژه ارائه دادند. آنها متوجه شدند 2 عضو کمیته مرکزی نقاب به طور مستقل در غروب 9 جولای با شاپور بختیار و یکی از اعضای تیم او در پاریس تماس برقرار کردند که به دنبال آن مکان و آغاز عملیات را فاش کردند. کمیته از قبل تصمیم گرفته بود هیچ اطلاعاتی پیش از شروع عملیات به شاپور بختیار ندهد. به گمان رهبران گروه نقاب اطلاعات در مورد آغاز عملیات توسط یکی از اعضای کمیته در اختیار شخص ثالثی قرار گرفت که این شخص در تماس با دولت جزئیات طرح را لو داد. 2 منبع مطمئن با اطلاعات دقیق از این حوادث گفت که این رابط یکی از افسران اطلاعاتی اسرائیل بود. دولت اسرائیل این اطلاعات را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد به این امید که با شکست کودتای نوژه و دستگیری افسران و پرسنل با تجربه ارتش، سازمان نظامی ارتش ایران را تضعیف کند. بدین سبب دولت عراق ترغیب شود به ایران حمله کند. روشن بود با آغاز و تداوم جنگ بین ایران و عراق 2 دشمن اصلی اسرائیل در منطقه تضعیف می‌شدند. این منابع کاملا باور داشتند که فاش شدن جزئیات عملیات نوژه به این شکل و هدف بود، علیرغم اینکه در این خصوص هیچ مدرک قاطعی را ارائه ندادند. از سوی دیگر بنا به گفته 2 تن از رهبران گروه نقاب به فاصله 3 ساعت پس از تماس تلفنی با پاریس نخستین دستگیری‌ها خارج از پایگاه نوژه آغاز شد. پس اگر افسر اطلاعاتی اسرائیل یا رابط دیگری زمان، مکان و شروع کودتا را در اختیار دولتمردان جمهوری اسلامی قرار داده بود، این اطلاعات میبایستی یا از طریق دفتر شاپور بختیار یا از طریق رابطه‌های دیگر نظیر دولت اسرائیل به ایران رفته باشد. اما اگر بپذیریم و این تئوری درست باشد که دولت اسرائیل در افشای کودتای نوژه دخالت داشت، میبایست پیش از شروع عملیات افسران رده بالای ارتش اسرائیل و یا وزرای دولت این کشور برای هر تصمیم جدی درباره سرنوشت کودتا ساعتها با یکدیگر مذاکره کرده باشند که این فرضیه با توجه به فاصله زمانی افشای کودتا و آغاز عملیات علیه آن ناممکن بود. این هم بعید به نظر می رسید که تمام این کارها ظرف 3 ساعت انجام شده باشد. به علاوه گفتیم که احتمال دارد طرح کودتا توسط اسرائیل افشا شده تا عراق در حمله به ایران ترغیب شود. به هر تقدیر جدا از اینکه کودتای نوژه چگونه لو رفت، 2 نکته مهم وجود داشت که میبایست به آن توجه کرد. نخست اینکه نیروهای امنیتی رژیم اسلامی تا پیش از 9 جولای از جزئیات طرح کودتا بی اطلاع بودند، چرا که در غیر این صورت میبایست سرهنگ بنی عامری و دیگر رهبران گروه نقاب در روزهای قبل از 9 جولای در ستاد فرماندهی دستگیر میشدند و یا نیروهای امنیتی رژیم میبایست تیم کماندویی که در تمام طول شب 9 جولای در خانه امنی در نزدیکی ایستگاه تلویزیون مستقر شده بودند بازداشت و اقدامات قاطعانه‌تری جهت دستگیری خلبان‌ها و چتربازان اعزامی به پایگاه نوژه در پارک لاله به کار می‌بردند. از سوی دیگر اگر به راستی افشای طرح کودتای نوژه نتیجه فعالیت‌های آگاهانه نیروهای امنیتی رژیم نبود، پس سخت می‌شود از این نتیجه‌گیری گریخت که شکست کودتای نوژه صرفاً یک بازی سرنوشت بود.